کوچه گفن بلوط و نخ، خون گریه تا مرز جنون. هجوم دهشت، گشنگی، بارون خاکستر و خون. گل میکشه باروت مرگ تو خاور میان خون. گل سفید، سرخ و سیاه، زخمی جرح تیغ و داس. ساقه به ساق، تن به تن، کلید باغ تو دست ماست. گل میکشه باروت مرگ تو خاور میان خون. کوچه گفن بلوط و نخ، خون گریه تا مرز جنون. درود و عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی. یه روز دیگه با دلی غمگین و پرخون در کنار هم هستیم تا بتونیم امروز فقط بتونیم حرف دلمون رو با هم دیگه بزنیم، یا اینکه بتونیم از درد هم با کلاممون، با احساسمون درد همدیگر رو التیام ببخشیم یا مرهمی بشیم، هر چند از راه دور بر قلب‌های همدیگه دست بکشیم و جای زخم‌ها رو لمس بکنیم. میدونم خیلی سخته، واقعا وحشتناکه، ولی ما چاره جز این که همدیگه رو داشته باشیم، همدیگه رو التیام بدیم و این زخم ناخواسته رو که سالهاست بر تن ما ذره ذره وارد شده و امروز به اوجش رسیده تحمل کنیم. مطمئنم درد هممون یکی هست، درد زخم تنمون پره، ولی چاره‌ای نداریم. باید هنوز هم قدم برداریم، هنوز هم تلاشمون رو بکنیم برای اینکه ما هستیم تا این زندگی را، این خاک را، این وطن را، این سرزمین را که روزی در آن زاده شدیم ولی ما را پس زده، بتونیم از دست جنایتکارانی که چه خودی چه بی خودی نجاتش بدیم. راستش من اصلا حالم خوب نیست تو این چند روزه، انقدر که فشار زیاد بوده، انقدر که درد زیاد بوده، با وجود این که هی به خودم میگم که باید تحمل بکنیم، باید با این شرایط بسازیم، ولی هیچ چیزی بدتر از بیخبری، هیچ چیزی بدتر از به تصویر کشیدن، فقط تخیل ساختن این که همه چی خوبه، همه چی داره خوب پیش میره، بد نیست. الان چند روزه که از داخل کشور هیچ خبری بیرون نیامده به خاطر قطعی اینترنت و اختلال هایی که توی تلفن ها و اینترنت به وجود اومده. کسی نتونسته، یعنی ما که نتونستیم با داخل کشور در ارتباط باشیم. به هر حال هر چقدر هم آدم قوی باشه، تیکه هایی از وجودش هنوز اونجا هستش و این بیشتر آدمو از پا در میاره، ولی مجبوریم که هنوز سر پا باشیم و نشون بدیم که ما هستیم و میخوایم که تا اونجا که توان داریم، تا اونجا که انرژی داریم، تا اونجا که هنوز اون شعله‌های زندگی، هنوز اون چراغ هستی در درون ما وجود داره، میسوزه و میتونیم امید بدیم و خودمون رو لااقل امیدوار بکنیم برای آینده‌ای که از آن ما هستش، آینده‌ای که لااقل با این زمانی که میذاریم، با این حرکت‌هایی که میکنیم، با این آگاهی رسانی که میکنیم، وظیفه‌مون رو در قبال آنچه که در آینده در موردش فکر میکنیم، میتونیم روان خودمون رو یه مقدار آروم‌تر بکنیم و بگیم که من آنچه در توان داشتم انجام دادم، آنچه که از دستم برمیومد قدم برداشتم. ولی متاسفانه از راه دور اینقدر توانمندی‌های ما کم هست که و دشمن داخلی و خارجی اینقدر قدرتمند هستن که ما فقط میتونیم، عرض کردم، همدیگه رو فقط التیام ببخشیم. و واقعا متاسفم که با وجود اینکه ما الان چند هفته است در مورد جنایت‌های، میشه گفت چند ماه داریم در مورد جنایت‌های سپاه، جنایت‌های واحد 400، واحد 840، واحد 110 داریم صحبت میکنیم و میگیم که چه جنایت‌هایی چه در داخل کشور که برنامه‌ریزی میکنن، آموزش میدن برای نیروهاشون رو بفرستن در کل خاورمیانه و خارج از خاورمیانه ترور انجام بدن و قتل انجام بدن. ولی متاسفانه برای اینکه این دشمن داخلی از بین بره، ما الان در واقع با یک نیروی دشمن دو برابری در داخل کشور روبرو هستیم که درسته که میخوان یه عده از این سپاهی‌ها رو از بین ببرن، ولی متاسفانه هموطنان ما هم دارن بیگناه جونشون از دست میدن و این هم میدونیم که هیچ آزادی یا هیچ از زیر این یوغ و ستم در اومدن بی بها نیست. ما باید بهایی رو پرداخت بکنیم، ولی فقط با این امید میتونیم هنوز ادامه بدیم و بگیم که هر آزادی یک بهایی داره. هرچند آزادی که ما خودمون توش دخیل نباشیم کسی نمیتونه برای ما به ارمغان بیاره. امروز هم اینجا در کنار هم هستیم تا در مورد اینکه علت این جنگ بین ایران و اسرائیل که سالهاست دارن برای همدیگه شاخ و شونه میکشن، سالهاست برای همدیگه از راه دور سنگ پرتاب میکنن، امروز رو در رو شدن و دارن چه در اسرائیل چه در داخل ایران تعداد زیادی را
آدم‌هایی را که هیچ دخالتی در این ایدئولوژی و همچنین سیاست اینا نداشتن دارن از بین میبرن. امروز یه نگاهی میندازیم به علت این جنگ و اینکه این افرادی که در این دو کشور هستن، در دو جغرافی متفاوت هستن، ولی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ دوگم بودن و از لحاظ اون وابستگی به آیین‌های فرازمینی یا توهم‌های فرازمینی چقدر تحت تاثیر هستن و طبق اون ایدئولوژی که در پیش گرفتن و دارن افرادی را که خیلی از اشخاص اعتقاد به این باورهای فرازمینی اینا ندارن دارن قربانی میکنن فقط به خاطر اینکه به همدیگه نشون بدن که کی قوی‌تر و کی برحق‌تر هستش. خدمت دوستان گرامی آقای زمانی و دوستانی که در اودینس هستن عرض ادب احترام دارم و خیلی ممنونم که امروز هم در کنار شما هستیم تا بتونیم با هم دیگه در این مورد تبادل نظر داشته باشیم و با هم صحبت کنیم. مرسی از اینکه ما رو تنها نمیذارید، مرسی از اینکه هستید در کنارمون و به ما به بودنتون میبالیم بر خودمون. ممنون ازتون. آقای زمانی بفرمایید اگه برای ابتدا صحبتی دارین بفرمایید که خدمت آقای قهرمانلو و آقای بابک هم سلام عرض میکنم و آقای زمانی میخواین سلام علیک بکنید تا این دوستان هم یه آغازین سلام علیک داشته باشن و بریم سر بحثمون. با سلام به شما و دیگر دوستان تشکر میکنم از شما. من ترجیح میدم اول جناب آقای قهرمانلو یا آقای بابک صحبتی بفرمایید، بعد من در ادامهش صحبت میکنم. آقای قهرمانلو بفرمایید اگه شرایط صحبتشو دارید بفرمایید. آقای بابک شما بفرمایید. فکر کنم آقای دکتر هنوز نمیتونن صحبت کنن. با درود خدمت هوی خانم عزیز، آقای زمانی، آقای قهرمانی و تمام دوستان رفقایی که در آقای بابک صداتون رفلکس داره صداتون. بله خوب آقای بابک بفرمایید. با سلام خدمت شما هوی خانم، آقا زمانی و آقای تورج و تمام دوستان رفقایی که در آدینس هستن. گفتنی ها رو شما گفتید دیگه، واقعا این روزا حال و دماغی برای کسی نمونده. صبح تا شب کارمون شده فقط یا زور بزنیم شاید بتونیم به تماسی بگیریم و یه جهنمی که برای مردم درست کردن و فکر نمی‌کنم کسی حال دماغی داشته باشه. در حال گوش میدم، بعد موردی پیش اومد همراه شما توی گفتمانمون شرکت میکنم. خیلی ممنون متشکرم. آقای دکتر میتونید صحبت کنید؟ آقای ساسان اگه شما شرایطش دارین میخواین برای ابتدا برای فقط شروع صحبت اگه میخواین سلام علیک چیز داشته باشین اگه شرایطش دارین صحبت کنید. بله درود به همه عزیزان. من تازه اومدم. آقای ساسان ما تازه اومدیم. ما تازه اومدیم. فقط برای سلام علیک می‌خواستم اگه صحبتی دارید بفرمایید. می‌خوایم بریم سر اصل مطلب که بحث کنیم. هنوز ما شروع نکردیم. من فقط درود میگم خدمت همه عزیزان. بعد پس ما عرض شما رو میشنویم. حالا تحسین خدمتتون دارم. خیلی ممنون متشکرم. آقای زمانی بفرمایید شروع کنید بحثو که بقیه دوستان هم آقای قهرمانی مثل که درست شده ارتباطشون. می‌خواید آقای قهرمانی شما بفرمایید صحبتتون رو؟ نه آقای گفتن که من اشکال ارتباط دارم. صداها رو بریدم، ظاهرا اینترنتشون اشکال داره، نوشتن که صدا رو بریده میشنم اشکال اینترنت داره. بس میکروفونشون لطفاً ببندید. آقای قهرمانی پس میکروفونتون رو ببند مگه نمیشنویم. داره فکر کنم باگ دارن. ایشون باگ دارن. آقای دکتر میخواین یه خروج ورود بزنید. فکر کنم مثلا نمیشنم. حالا من مینویسم. بچه‌ها زمانی شما بفرمایید. با سلام مجدد. ببینید موقعیتی پیش اومده تو مملکت که اصلا واقعا آدم نمیدونه چی بگه، طرف کی رو بگیره. از یه طرف یک مش انسان وزل خونریز جباری در اون کشور حکومت میکنن، از یه طرف یه گروه بدتر از اینها به کشور حمله کردن. حالا اگر دقت کنیم بپرسیم که آقا مشکل ما اصلا چیه با اسرائیل؟ ما کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس این از لحاظ استعماری سعی میکنن سلطه داشته باشن در کشور ما و میشه توجیه کرد اگر ما با اونها درگیر باشیم بگیم آقا ما برای اینکه نمیخوایم تحت سلطه اونها باشیم ما وارد این درگیری شدیم، همونجور که ما با آمریکایی‌ها درگیر بودیم، با انگلیس‌ها درگیر شدیم، اونا نفت رو می‌بردن، اینا هم به طور مختلف کشور را میچاپیدن. ولی بعد از اینکه انقلاب شد تو کشور ما مشکلمون با اسرائیل را سر چی بود؟ این مشکل هنوز این مسئله برای مردم حل نشده که آقا ما چه مشکلی داشتیم. آیا از لحاظ این بود که اسرائیل یک کشور استعمارگر بود؟
و میخواست در کشور ما نفوذ داشته باشه، که البته هست، اینکه اسرائیل علاقمند باشه نفوذ داشته باشه در کشورهای مختلف مثل کردستان عراق الان هستن، اینا نفوذ دارن، در سوریه نفوذ دارن، در جای دیگه هم هستن، ولی آیا برنامه اینها از اول این بود که نفوذ داشته باشن در کشور ایران و دنبال منافعی در ایران بودن، اونها شروع کردن این دشمنی را، یا اینکه این از طرف ما شروع شد؟ و اگر از طرف ما شروع شد دلیلش چی بود؟ آخوند در زمانی که به قدرت رسید مسئله این نبود که اقتصاد کشور را درست کنه، سیاست خارجی مستقل و درست حسابی داشته باشه. از اول برنامه‌اش کشورگشایی بود. مشکلش با صدام حسین سر عتبات و نجف و کربلا، با اسرائیل مشکلش بر سر قدس بود و مسئله فلسطین. درسته مسئله فلسطین یک جریانی است بسیار دردناک. اسرائیل یک زائده است که آوردن غربی‌ها گذاشتن وسط خاورمیانه. و اصلا تاریخ این کشور رو میخونه آدم اصلا میمونه که این اروپایی‌ها چگونه نگاهی به خاورمیانه و به کشورهای جهان سوم دارن. میان زمینی که مربوط به خودشون نیست و به یکی دیگه میدن، کشور ایجاد میکنن و این کشور میشه یه قدرت سرطانی تو اون منطقه که همه همسایه‌هاش درگیره، با مصر درگیره، با اردن درگیره، با سوریه درگیره، با همه اینها. جمال عبدالناصر یه حرف خیلی جالبی زد یه بار، گفت ما یه کشور فقیری هستیم، مصر یه بودجه‌ای داریم، ما علاقه‌مندیم این بودجه را صرف پروژه‌های عمرانی کشور، بهداشت کشور، تحصیل، ایژوکیشن مملکت در این راه خرج کنیم، ولی آمدن یک کشوری به نام اسرائیل گذاشتن بغل ما که این کشور به خاطر وجود این ما مجبوریم درصد زیادی از بودجهمون رو خرج سلاح کنیم، اسلحه بخریم، خودمون را به پا نگه داریم، چون اینها بر مبنای یک تئوری دنبال این هستن که از نیل تا فرات ارث پدری ماست و این سرزمین هایی است که ما صاحبش هستیم و باید اینا رو مجددا به دست بیاریم. یک دعوای 2-3 سال قدیمی، همونجور که دعوای شیعه و سنی یک چیزی است بی ربط و مربوط به گذشته، مسئله ادعایی هم که اسرائیل بلکه دیگر کشورها داره، این هم به همین صورته. دولت جمهوری اسلامی از روزی که اولی که این دولت تأسیس شد، یکی از مشکلاتش درگیری با اسرائیل بود و در طی این سالها میلیاردها خرج کرد، نیروهای نیابتی درست کرد، در اسرائیل درست کرد، در لبنان درست کرد، در سوریه درست کرد، در عراق درست کرد. اول اون جنگ با صدام بود که انقدر تحریک کردن که عراق حمله کرد به ایران و اون تخریب 300 میلیاردی بر کشور وارد شد. بعد اینها شروع کردن به اون هلال شیعی را درست کردن، اتوبان‌ها ساختن که از تمام عراق با وسیله اتوبان‌ها سریع بتونن خودشون به مرز سوریه برسونن، از اونجا به لبنان و به مرزهای اسرائیل، و خودشون وارد یک جریانی کردن که فکر نکردن آینده این جریان چی میشه و ما چرا باید درگیر این جریان بشیم. اگر مسئله فلسطین، ما میتونیم مثل کشورهای دیگه اظهار تأسف کنیم، در مجامع بین‌المللی اعتراض کنیم به این اشغالگری اسرائیلی ها، نه اینکه دایه مهربان‌تر از مادر بشیم و خودمون رو 24 ساعت درگیر کنیم به این مسئله و قصد آزادی را قدس داشته باشیم. حالا گیرم من که ما تونستیم عراق را هم تحت کنترل درآوریم، با اون نیروهای نیابتیمون سوریه هم کردیم تحت کنترل، قدس ها هم آزاد کردیم. بعدش چی؟ اولا جامعه جهانی که نمیشینه کناری، این آمریکایی که آمده این اسرائیل را در اون وسط خاورمیانه کاشته، نمیاد بشینه کنار رو ببینه شما دارید دستتون باز هر کاری دارید میکنید. اینها را تجهیز کردن. اسرائیل یعنی یکی از ایالت‌های آمریکا. شما الان اگر یه یهودی باشید که تو آمریکا زندگی میکنید، میتونید دوران سربازی برید در اسرائیل خدمت کنید، یعنی شما آمریکایی هستید ولی میتونید در اسرائیل برید دوران سربازی، اون 2 سالی که به جای در آمریکا هستید در اسرائیل میتونید این سرویس رو انجام بدید. همه گونه اینها حمایت میکنن و به شما خب اجازه رو نمیدن که بخواید این کشور رو به قول خودتون محو کنید و نمیدونم نابود کنید، اسرائیل رو به دریا بریزید. این خواسته ها و این صحبت ها نتیجهش این شده که ما 46 سال درگیر یک جنگی هستیم و پولی مصرف میکنیم که هیچ نتیجه‌ای نداشته، که هیچ آخر به اینجا رسونده کار ما رو. ببینید در کشورهای استبدادی، در کشورهایی که یک نفر تصمیم گیرنده است، اون یک نفر با اون عقل کوچیکش میتونه دردسرهایی برای کشور درست کنه، برای کل جمعیت کشور درست کنه که بعضیاش غیر قابل جبرانه. ما رو وارد دسته‌بندی‌هایی بکنه، وارد جنگ‌هایی کنه که اصلا ربطی به ما نداره. شما ببینید در زمان
جنگ سرد خب جنگی بود بین آمریکا و شوروی و اقمار این دوتا. ما چه کاره بودیم اون وسط؟ ما چه جنگی داشتیم با شوروی که بریم در دار دسته آمریکا ما رو وارد اتحادیه‌ای مثل سنتو این برنامه‌ها می‌کردن که پول زیادی هم مصرف کردیم که میبایست اصلا همون آمریکایی باشه در هماهنگ با اون جریان و وارد دسته‌بندی‌هایی می‌کردن که اصلا ربطی به ما نداره. انگلیس‌ها زمانی که خودشون نتونستن نیروهای کماندهیشون در عمان جلوی شورشیان ظفار بیستن، کشیدن کنار، ایران و اردن رو آوردن وسط. اردنی‌ها هم خیلی مدت یه ماه بیشتر نبودن، اونها هم کشیدن عقب چون توان اقتصادیشون ایجاد نمی‌کرد که بتونن لشکرکشی کنن جایی. ولی اون کسی که وایساد و تا آخر جریان و کشته زیادی هم داد و که حتی کشته‌هاش هم می‌آوردن مخفیانه خاک می‌کردن، یا مال تبریز بود، دهات تبریز بود، می‌آوردن تو مشهد خاک می‌کردن و با خانواده‌اش میگفتن ببین بردیمش مشهد، زیر زمین خواجه ربیع اینو خاک کردیم. از خودت باشه مگه شما دلت نمی‌خواست اون دعواتی می‌کردن که حالیش نبود جریان چیه. ما رو وارد جریاناتی می‌کردن که اصلا ربطی به ما نداشت. این رژیم هم همینه. یک آخوندی اون بالا نشسته، این نظرش اینه که ما باید شیعه گستری کنیم. شیعیان خودش میکشه، شیعیان خودش از خودش دور کرده، ولی میخواد در کشورهای دیگه جذب شیعه بکنه. خب این نفعی برای ما نداشته تا به امروز که امروز هم الان وارد این جنگ شدیم. و یه چیزی هم که کسی بهش توجه آنچنانی نمیکنه، ببینید هیئت حاکمه‌ای که الان در اسرائیل در رأس کار هستن دقیقاً یه هیئت حاکمه است شبیه القاعده و داعش و جمهوری اسلامی. ما تندروهای شیعه داریم، همین رژیم جمهوری اسلامیه، تندروهای سنی داریم، طالبان، القاعده است، داعش. اینها بر مبنای یک ایدئولوژی هنوز می‌جنگن، یعنی تفکرات 1000 سال پیش ندارن، 1300 سال پیش ندارن که فلانی دشمن ماست، این گروه دشمن ماست، این دشمن رو هم باید کشت. دیگه مسئله حقوق بشر و مسئله قوانین بین‌المللی و اینا اصلا برای ما مسئله نیست. ما قوانین الهی داریم، اون قوانین به ما اجازه میده دست به هر کاری بزنیم. این تندروهای مذهبی شیعه و سنی در دنیا شناخته شده به وسیله همین طالبان و القاعده و آخوندهای خود ما. مسیحیت هم تندروانش اون جریان قرون وسطا رو همه میدونیم و شکنجه و رذالتی که به خرج دادن کشیشا در اون مقطع طرف را لطف که بهش میکردن، میگفتن ما میسوزونیمت که پاک بشی، دیگه اون دنیا احتیاج نباشه بسوزوننت، همین دنیا ما میسوزونیم گناهانت پاک میکنیم. یه همچین افکاری داشتن. ولی راجع به یهودیت کسی نرفته بود دنبال این که آیا اینا هم بودن تو این جریانات یا نه، چون تمام این مذاهب، هم مسیحیت هم اسلام، از یهودیان میاد. یعنی کتاب قرآن و شما باز کنید با تورات و تنخ و اینا مقایسه کنید، تقریبا میشه گفت کپی هم دیگه. تمام اون دستوراتی که چه حیوانی رو میشه خورد، چه قوانین شرعش، همه چیزای دیگرش، ذبح شرعیش، نمیدونم ختنه کردن، همه قوانین کپی یکدیگره. و داستان‌هایی هم که از اونها هست، مثلا اینها در یه مقطعی یه گروهی را که مخالفشون بودند، یعنی طبق داستان‌هایی که در تورات بود، بعد از اینکه یعقوب مرد و حساب قوم بنی اسرائیل پا گرفت. اسرائیل یعنی اسرا از دو کلمه اسرا و ال میاد. ال همون الله ما که هست، یعنی خدا به حساب عبری شد ال، و اسرائیل کسی که با خدا کشتی گرفت و اون لقب یعقوب بود که میگفتن در یکی از داستان‌های همین در تورات آمده که با خداوند کشتی گرفت و تونست بر خداوند فائق بیاد. و فرزندان اون بنی اسرائیل که تونستن شاخه‌های مختلفی را تشکیل دادن، به جاهای مختلف رفتن و کوچ کردن و این قوم تکثیر پیدا کرد. و برادری داشت که اون برادر فرزندانش مخالف فرزندان یعقوب بودن، یعنی بنی اسرائیل بودن، و به اونها میگفتن امالیق. امالیق کسایی بودن که قصد براندازی بنی اسرائیل را داشتن در تاریخ یهود. البته اینها هیچ کدوم وجود واقعی نداشته، اینا همه داستانه. نه امالیقی وجود داشته، نه یعقوبی وجود داشته، اینا همه میتولوژی قوم یهوده و چیزی به این نام وجود نداشته. ولی امالیق افرادی بودن در طبق گفتار تورات که این افراد مخالف بنی اسرائیل هستند. پس بیایید هر زمان که ما بر اینها پیروز شدیم، یکی از وظایف بنی اسرائیل اینه که زمانی که ما بر امالیق پیروز شدیم نباید به زن و فرزند و سگ و گربهشون رو مطرح کنیم. این گونه نیست که بگیم آقا مثلا سربازی با سرباز میجنگه دیگه زن و بچه و نمیدونم سگ و گربه یارو رو ما کار نداریم. میگه نه، سگ و گربه و گاو و اسبش هم باید ذبح کنید تا از بین ببرید. بعد این خب مربوط به تاریخه. اگه ما مطالعاتی در یهود نداشته باشیم مثلا شاید هم نشنیده باشیم تو عمرمون، ولی یهودی‌ها به این اعتقاد دارن. اینا می اومدن میگفتن هیتلر از امالیقه که به ما حمله میکنه.
چند وقت پیش همین آقای نتانیاهو من شنیدم که تو صحبتاش ایشون گفت حماس و جمهوری اسلامی از عمالیق هستن، یعنی جریانات ضد یهود هستن، ضد بنی اسرائیل هستن که اینها را نباید رحمی برشون کرد. این که شما میبینید به این بی‌رحمی در اسرائیل داره آدم میکشه، یعنی واقعا این غزه را کرده تل خاک و دنیا هم نظاره‌گره. یعنی دنیا هم هیچ عکس العملی نشون نمیده، جز یکی دو تا کشور اونم یه اعتراضی میکنن و محکوم میکنن. اونم مثلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست. نه سازمان مللی وجود داره، نه شورای امنیتی وجود داره که بیاد یک قطعنامه‌ای صادر کنه و پاش وایس پای اون قطعنامه که جلوگیری کنه از کارهای اسرائیل. نه، میگن آقا این کشور همه چیزش استثناست. اینها هم آقای نتانیاهو هدایت میشه از طرف احزاب دست راستی که چند تاش احزاب مذهبی شدید هستن، چون این دولتش دولت کوالیشیونه، دولت چند حزبیه و این برای موندن در قدرت، خب قبلا حزب لیکود بود و حزب کارگر با هم دیگه ائتلاف داشتن و هر چند ماه یه بار این میشد نخست وزیر میشد وزیر امور خارجه رهبر این مسیری بود که ده سالها اینا میپیمودن، همون زمان شیمون پرز و نم آلیا رابین و اسحاق رابین. ولی زمان آقای نتانیاهو که حزب دست راستی لیکود جناح راستش هم هست، ایشون برای موندن در قدرت با دست راست‌ترین و مذهبی‌ترین گروه‌ها ائتلاف کرده. و جالبه یه گروهی هستن در خود اسرائیل، شما بعضی وقتا دیدید که یه سری یهودی وایس دادن، این کلاه‌های به خصوصی دارن و موهای بافته هم دارن، پرچم اسرائیل آتش میزنن. بعضی یکی از دو بارم در زمانی که احمدی نژاد رفته بود نیویورک، اینا رفتن به ملاقات احمدی نژاد و حتی اینا آمدن به ایران، در چند تا از این کنفرانس‌ها دعوتشون کرد احمدی نژاد، به ایران هم آمدن سران همین این گروهی که هست به نام حریدی‌ها یا همون حسیدی‌ها به عبری بهشون میگن. اینا تقریبا 10% مردم بنی اسرائیل، مردم اسرائیل را تشکیل میدن. اینا هم مخالف شدید صهیونیست هستن و تو این دسته‌بندی الان هم حمله کرده به ایران اسرائیل. اون روز من دیدم یک تظاهراتی رو انداخته بودن، پرچم اسرائیل رو آوردن و ستوندن و داشتن اعتراض میکردن که به دولت بنی اسرائیل، به دولت اسرائیل. ولی همین هم هنوز در دوران 3000 سال پیش زندگی میکنن. یعنی در کشوری مثل اسرائیل که یک دولت به حساب قرار بود سکولاری باشه و یک کشور مدرنی باشه، افرادی 10% این جمعیت افرادی هستن که زنهاشون، بچه‌هاشون با پوشش کامل حجاب، نه مثل مال ما که روسری سرش باشه، نه، چادرهای سیاه کامل پوشونده، بیرون از خونه نمیان مگر به ندرت همراه مرد. یعنی اون جریانات طالبان رو بکنش 10 برابر بدتر. هنوز یک قومی به این صورت زندگی میکنن و جالب هم این است که اینها یه عدهشون آمده بودن که پناهنده‌شن به ایران، چون با نتانیاهو درگیری پیدا کرده بودن سر مسئله سربازی. اینها نه فرزنداشون رو به سربازی میفرستن، نه اصلا در چیزای به حساب دولتی اینا شرکت میکنن، مخالف جنگ ایران و اسرائیل و جنگ حماس هستن، نه اینکه انسان‌های شریفی باشن که مخالف جنگ باشن. نه، میگن که تشکیل حکومت یهود مربوط است به ظهور عیسی، مربوط به کشور ما نباید کشور تشکیل بدیم. این را بر ضد به حساب اعتقاداتشون میدونن که صهیونیست‌ها آمدن کشوری به نام اسرائیل را تأسیس کردن و این افراد مخالف اون هستن بر طبق گفته‌های تورات. و این گونه افراد واقعا خطرناکن. یعنی دست راستی‌های رادیکال‌های مذهبی خطرناکترین نوع بشر میتونن باشن، چون اینها خودشون را محق میدونن، خودشون را برحق میدونن و همه مردم را ناحق. و اگر دستشون برسه طبق اون اعتقاداتی که دارند، این یکی میگه اینا نامسلمان و کافر میکشه، اون یکی میگه اون عمالیق میکشه، بدون هیچ ترحمی، بدون هیچ عذاب وجدانی. خب اینجور افراد ما دیده بودیم، مثلا شما زمان شاه اگر یه ساواکی میامد یکی شکنجه میداد، خودش هم میدونست یه رذالتیه این که بره یکی رو بزنی و شلاق بزنی و داغ کنی. ولی اسدالله لاجوردی این کارو میکرد با لذت، بدون عذاب وجدان. یعنی این گونه افراد به راحتی سر میبرن و آدم میکشن، چون این کاری میدونن در خدمت خداوند. خود ابوعبیده جراح سر باباش هم برید، آورد پیش پیغمبر تاییدش کرد و گفت تو جزو عشره مبشره هستی، یکی از افرادی هستی که به بهشت خواهی رفت، یکی از 10 تنی هستی که به بهشت خواهی رفت. اینه که الان این جنگ اسرائیل که به وسیله دولت نتانیاهو حمایت شدید میشه از این گروه‌های مذهبی و اونها هستن که اینم تحت فشارش میذارن، چون اگر کارهایی را که میگه نکنه، چندین بار سر مسئله همین آتش بس با فلسطینیا اینا آمدن، نتانیاهو موافق بود که آتش بس 60 روزه اینا، ولی اون گروه فشار بیارن که آقا ما از دولت خارج میشیم. خروج اونها از دولت از اکثریت میفته و سقوط میکنه.
و این شخص به خاطر این مجبور خواسته های اونا رو برآورده کنه. حالا مسئله ایران، شما ببینید برگردید به اون حرف اول که ما اصلا مشکل ما با اینها چی بود که آقای خامنه‌ای کشور رو به این روز نشونده. درسته اینا الان دارن موشک هم میزنن، جوابم دارن میدن، ولی به این صورت هم نمیمونه. شما ببینید اینها روز اول آمدن خامنه‌ای رو نزدن، در صورتی که من مطمئنم اگر میخواستن خامنه‌ای رو به راحتی میتونستن بزنن، ولی آمدن سران ارتش و چه سپاه رو زدن، چون میدونستن که اگر خامنه‌ای رو بزنن سیستم دست اینا میفته و اونها ممکنه دیوونگیایی بکنن، از کنترل خارج بشن. به خاطر این بود که اول اونها رو زدن، به حساب سران سپاه، سران هوافضای سپاه، نیروهای زمینی، همه اینها افرادی که در رأس کار بودن زدن، با خامنه‌ای کاری نداشتن. الانم رده 1 و 2 رو زدن و این که شما میبینید ما با موشک داریم میزنیم خیلی باعث غرور ما شده که بالاخره کشوری که همیشه همه چی وارد میکرد و یه روز بهش سلاح نمیدادن مونده بود چه کار بکنه. من تو جنگ ایران و عراق یادمه ملت داد میزدن بنی صدر موشک جواب موشک، بنی صدر میگفت باشه میزنیم، آرام باشید میزنیم. نداشتیم. مثلا عراق هم که داشت موشک‌های اسکات بود که از شوروی اون زمان گرفته بود. ما اصلا نه تکنولوژیشو داشتیم نه زمانش هیچ کدوم کارخونه اسلحه سازی بود دیگه، جی اس اینا رو درست می‌کردن با لیسانس. این باعث غرور ملی شده که بله تونستیم ما همچین موشک‌هایی رو درست کنیم بدون کمک، بدون اینکه وارد کنیم، یعنی بخریم، خودمون تولید کننده هستیم. ولی مسئله اینه که اینها آمریکا، الان فرانسه و انگلیس پشت اسرائیل هستن. الان دارن خلیج فارس رو هم دنبال بهانه‌ای هستن که ناوهای آمریکایی وارد اونجا بشه و اینها را به طور کل نابود کنن. اینه که ما متوجه باشیم این موفقیتایی که الان ما به دست آوردیم در مقابلش خیلی جاهای ایران را زده. یعنی اگر ما یکی زدیم اون 20 تا زده، 30 تا زده. و این موضوع به این صورت هم نمیتونه دوام پیدا کنه، چون جنگ فرسایشی که بشه، طولانی که بشه، خب مردم داخل ایران مواد غذایی کمیاب میشه، ارتباطات به هم میخوره، چون نه بنزین نه تمام پالایشگاه داره میزنه، همونجور که ایران زده پالایشگاه اونها، ولی اونها فوری 2 تا کشتی میاد با مواد بنزین و اینا میاد براشون. ما از جایی برای ما کمکی نخواهد آمد. اینه که طولانی شدن این جنگ باعث هرج و مرج بیشتر در داخل ایران میشه. و الان هم دیدم آقای عراقچی را رفته با وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان صحبت کرده. اونها فقط خواهان تسلیم این هستن، یعنی به صورت حقارت آمیزی علاقه‌مندن که شما رو بنشونن پشت میز و شما امضا کنید. اینم نکرده این کالا، ولی مجبورش میکنن. متاسفانه این ما علاقه‌مند نیستیم کشورمون به این صورت بشه، ولی یک واقعیتی است. از یه طرف هم الان یه اتحادی بین مردم شده. اون دیروز داشتم نگاه می‌کردم دیدم یکی از همین پاسدارا اومده بود با همین موتورسوارایی که اصلا تو خیابون مردم سرکوب می‌کردن، داشت با هم دیگه صحبت می‌کردن و که حاجی مونده تو شهر و حاجی نمیدونم شهر را کنترل دادن در شهر. خب اینا بعد خود طرف میگفت چی؟ میگفتش که ما اگر بخوایم شهید بشیم باید آمادگی نم شهادت داشته باشیم. اینا دنبال این جور چیزا هستن که نم شهید بشن و اصلا فکری که آقا ما کشور رو به اینجا رسوندیم، به این نقطه رسوندیم، آیا این درسته غلطه، چه جور باید این مشکل رو حل کنیم، دنبال هم شهید شدن. اون یکی اومده میگه آقای سلامی که شهید شد شانس آورد، چون سرطان داشت میمرد. اگر از سرطان مرده بود این درجه‌ای که الان داره از شهادت نصیبش شده، خب یه درجه بالایی است در نزد خداوند. ما با یه همچی گوساله‌هایی هم طرفیم در داخل ایران. از یه طرفم یه گروهی شالوکلا کردن پسر شازده و اینم باعث واقعا تأسف و تأثیره که در یک کشوری یه عده میگن ما شاه میخوایم، یعنی دقیقاً طرف آمده حکم محجوریت خودش رو امضا کرده. در هیچ جای دنیا الان کسی هیچ کشوری دنبال شاه نیست، آزادانه خودش نمیاد بگه آقا من رعیت هستم و اونم منتظره که اسرائیلی بیاره اینو بذاره سر کار. این اشتباهات جالبه. یعنی این چند نکبتی که این آخرین سر بر کشور ایران حکومت میکردن از رضاخان بگیر تا همین آخوندا، گماشته های دیگران بودن اینا. یعنی رضاخان رو که آوردن، محمد رضا رو که آوردن خودشون، خمینی رو با موافقت اونها آمد. دیدیم دیگه آقای فردوس گذاشتن که براش سواک هم درست کنه، همه رقم حمایتش میکردن. تا اون چند سال 3 سال اولش هم حتی اون گنبدهای شنودهای آمریکایی‌ها بود و تحت کنترل CIA بود و CIA فعال بود، هیچ مشکلی نداشت. اونها برای ما تعیین میکردن پادشاه، رهبر، رئیس جمهور. این همین که الان شما میبینید در سوریه چقدر حقارت آمیزه. یه آدمی که تا پریروز نمیدونم جزء داعش بوده آوردن ریش زره کوتاه کردن، لباس نظامیش در آوردن، کت و شلوار و کراوات زدن، بهش گفتن تو هم بشو رهبر اینجا. یه همچین خوابی هم برای کشور ما دیدن.
یه همچه عقب افتاده، یه هم که یه خانواده 5 نفری خودش نمیتونه اداره کنه، زنش با یکی دیگه است، ننه بزرگ شد تو بی خانوانا به خاک میسپارن، اینم کاندید کردن برای اینکه بشه پادشاه ما. بعد مشکل بعدی این خواهد بود که این خرابی‌هایی که الان ما داریم در اسرائیل انجام میدیم، اینها با کمال بی‌شرفی خواهند آمد و خسارتش از ما خواهند گرفت. این مشکلی است که ما رو به جنگی وارد کردن که هیچ عاقبتی نداره. موقعی که ما با صنعت نفت و ملی شد، بعد که کودتا شد اینا آمدن روی کار، 700 میلیون دلار به انگلیس‌ها ما خسارت دادیم به علت اینکه شما یه مدت ببخشید که نتونستید بدزدید ببرید. شرمنده. اینم پول خسارت شما. اینم اونی که بیارن بذارن رأس کار، اگر شازده یا اون شخصی باشه که دول خارجی در رأس بیارنش، مطمئن باشید شما الان دیدم تو همین سایت‌های اسرائیلی نوشته که 35000 نفر ثبت نام کردن که خونه‌هاشون خراب شده و خسارت‌های مالی دیدن، ثبت نام کردن برای گرفتن خسارت از دولت. و این خسارت هم برای ما خواهد فرستاد. کاری را جنگی را شروع شده که آخر عاقبتش مشخص نیست. به این صورت ادامه نخواهد یافت. کشور الان نونوایی‌ها بازن، مغازه‌ها جنس دارن توشون، بله. یه هفته و 2 هفته اینا مشکل نیست. بعد شروع میشه کم کم کمبود جنس شروع میشه، بعد کمبود نون شروع میشه، کمبود آب شروع میشه، مشکل بنزین هست، مشکل ترانسپورت هست و آینده بسیار تاریکی. چون کشور حول یک نفر میچرخید، اونم شخص خامنه‌ای بود. اینم که بزنن بکشن، جایگزینی نیست که بتونه اینا رو جمع کنه، تهمونده اینا رو. و اون کسی هم که اگر اونها بیارن که هیچ وقت مشخصه که به نفع ما نیست. موجود مفلوکیه که نوکری میکنه برای اونها و کشورم این نفت و گازی هم که از تهموندهش هم میدن اونا میبرن. همونجوری که دیدیم در عراق شما ببینید دیگه. آمدن اون پول برمر بود، جی گالنر بود، تمام چیزای طلای بانک مرکزیش منتقل کردن به آمریکا. لیبی مگه نیست 64 تن طلاش منتقل کردن، بردن و خوردن. سیاستمدار درست اون شخصی است که علم سیاست را بدونه و وارد درگیری‌هایی نکنه کشور را که آینده‌ای نداشته باشه. موقعی که امیرکبیر قرارداد ارزرون را می‌بست با عثمانی‌ها 2 سال طول کشید. اون موقع ایشون نخست وزیر نبود، نماینده ایران بود. حاج میرزا آقاسی نامه داد که آقا چرا انقدر طولش می‌کنید؟ جمع کن، زودتر هم بیار موضوع را، سرش هم بیار. ولی ایشون قرارداد را جز به جز، نکته به نکتهش پیش رفت، یک قراردادی بس که در آینده نشه از توش تپه درد. این یعنی سیاستمدار. نه اینکه یه سری ابله آمدن کشور را به نقطه‌ای رسوندن که نه راه پیش هست نه راه پس. میلیاردها خرج اتم کردن. هیچ به نفع به کارشون هم نخورده تا الان. خود آقای گروسی میاد میگه که اینا با اتم چندین سال فاصله دارن که بتونن بسازن. و حالا بعد اون کلاهک رو سوار اون موشک کنن. فلان این همه خودش پروسه چند ساله است. فاصله شون زیاده. از اون ما می‌بینیم آقای نتانیاهو در سال 2012 میگفت اینا تا یه هفته دیگه میتونه به سلاح اتمی دستی پیدا کنن. بعد دوباره سال 2015 میگفت تا یه ماه دیگه میرسن. دنبال بهونه بودن. آقایونم خرج میکردن و زیر زمینی، زیر تونلای فوردو رو میگن انقدر عمیقه که اصلا غیر قابل زدنه. این داستانا که به جای اینکه کشور رو بسازن، شهر روزمینی برای مردم درست کنن، شهر زیر موشکی زیر زمینی درست میکردن. خب الان هم یه عده میگن خب لازم بود. بله لازم بود، ولی ما اگر این تحریکات اولیه رو انجام نمیدادیم، خودمون درگیر یه جنگی میکردیم که اصلا ربطی نداره اون برای دنیاسون. شما الان میتونی با عراق مشکل داشته باشی، با پاکستان مشکل، افغانستان همسایه ما، بگیم سر آب دعوا داریم، سر زمین دعوا داریم، ولی ما با ونزوئلا و نمیدونم اون فلان کشور اون منطقه چه دعوایی میتونیم داشته باشیم؟ جز اینکه ابلهی ماست، جز اون اعتقادات شیعه گستری و نمیدونم توسعه شیعه و زد خود با سنی و زد خود با قوم بنی اسرائیل، اصلا مزخرفاتی که پیغمبر و اینها انقدر اذیت کردن. حالا تاریخ هم که نگاه می‌کنی، در اون مقطع اون گروهی که در مکه به حساب یهودیایی که زندگی می‌کردن اصلا کاملا جدا بودن از اون یهودیای اصلی و آنچنان ارتباطی هم نداشتن و تحت فشار واقع شدن. اونها به پیغمبر حرفی کاری نداشتن. اون پیغمبر بود که حمله کرد به اینا، پیغمبر بود که اونها اموالشون رو گرفت، باغ فدک اموال یهودیا بود. خیبر اینا حمله کردن. هیچ کدوم از مواقع یهودی‌ها بر محمد حمله نکردن. این رو هی میان تکرار میکنن که بله پیامبر اسلام رو همینها چقدر تحت فشار قرار دادن، اذیت و آزار کردن، ولی کی نمیپرسه آقا کی در چه زمان با پیامبر جون مشکل داشتن؟ بعد پیامبر مشکل داشتن 1300 سال پیش، ما الان باید بریم تلافی اون رو درآوریم. خب این تفکراتی است که یارو میگه امام زمان که میاد میره اول قبر عمر و ابوبکر در میاد، اسکلت اینا رو با آتیش میکشه و اعدام میکنه. خب افرادی با این افکار در ایرانن، عقب افتاده هایی با همین جور افکار از نوع یهودیش در اسرائیل هستن. این جنایت‌ها هم دارن انجام میدن و کسی هم توجه نداره که آقا پشت اینها کیست، تفکرات اینها چگونه است. نتانیاهو کراوات میزنه، خیلی هم شیک میگرده، ولی مغزش واقعا آشغالی درش هست.
شخص جنایتکاریه چون طبق دستورات تورات جنایت میکنه. این یکی طبق دستورات قرآن جنایت میکنه و یکی طبق دستورات تورات جنایت میکنه. مردم بدبخت همین وسط موندن که ما چرا یه دفعه مورد این مشکلات واقع شدیم. من فعلا صحبتی ندارم. تشکر هستم. خیلی ممنون آقای زمانی، متشکرم از دوستان. آقای قاسم شما می‌خواید صحبت کنید؟ آقای قهرمان شما میکروفونتون درست شده؟ بخشید آقای قاسم بفرمایید. من یه سوال بپرسم. آقای قاسم صحبت کنید بعد شما آقای احسان حتما. بفرمایید ایشون نیستن. آقای احسان بفرمایید. الان میتونیم صحبت کنیم؟ بله حتما. خواهش می‌کنم. عرض درود دارم خدمت همه عزیزان، جناب زمانی، آقای قهرمانلو، جناب آقای احسان ابری، جناب بابک و همه دوستانی که در این اتاق حضور دارن. ببینید یک موضوعی که هست، یک شرایط خیلی عجیبیه. اینکه خب اگر یعنی در چپترین حالت ممکن هم، یعنی به عنوان یک انسان اگر در جایگاه تفکری دهکده جهانی هم آدم وقتی به این تحولات نگاه میکنه، ولی در اون انتهای ذهنیتش مطمئناً یک تعلق خاطری که به کشورش داره، به وطنش داره، به هر حال ورود یک عامل بیگانه و تخریب زیرساخت‌های کشور خودش رو، هموطنش رو، همزبانش رو، به هر حال خانواده‌اش رو، کسانی که دارن زندگی میکنن رو مطمئناً براش آزاردهنده است. خب از طرفی هم وقتی ما برمیگردیم به گذشته و به کل تاریخ لااقل زندگی خودمون در دوران قبل از جمعه هفته گذشته وقتی نگاه میکنیم، در طرف مقابل این میشه گفت تجاوز یا عامل بیگانه، ما چه چیزی رو میبینیم؟ یک رژیم استبدادی ظالم که به هیچ کس، به هیچ چیز از انسان و حیوان و دریاچه و طبیعت و به هیچ چیزی رحم نکرده و نه تنها توی ایران بلکه تو کل دنیا جنایت کرده، جنایتایی که به هر حال همه ما ازش آگاهیم. پس بنابراین به نظر من هر دو طرف این در واقع جبهه جنگ به اندازه کافی منفوریت خودشون رو دارند در نگاه یک انسانی که لااقل توی اون مملکت داره زندگی میکنه یا تعلق داره به اون کشور. اما از بعد دیگه من وقتی دارم به این ماجرا نگاه میکنم، یه خلأ بزرگی رو حس میکنم، اون هم در جایگاه، حالا نبخوام بگم اپوزیسیون، در جایگاه مخالف این سیستم، مخالف این رژیم. اینکه ما در روزهای ابتدایی که این در واقع جنگ شروع شد، با هر کدوم از دوستان صحبت میکردم، نگرانی این بود که خب این سیستم اگر فرو بپاشه ما جایگزین مناسبی نداریم اجالتا که بتونه قدرت رو به دست بگیره، یا اینکه بتونیم این امکان رو داشته باشیم که کشورمون دست کسانی که ما باهاشون هم فکر نیستیم بیفته. و این به نظر من خیلی آزاردهنده تر از هر چیز دیگه است توی این جنگ، اینکه ما در طی این چندین سال گذشته با توجه به اینکه جنبش‌ها و در واقع اعتراضات و شرایط خیلی زیادی رو داشتیم که این سیستم رو بخوایم سرنگون کنیم، ولی هیچ وقت فکر نکردیم که خب می‌خوایم این کارو بکنیم، الان تسهیل شده این کار. چرا الان ما نگرانی اصلیمون اینه که جایگزین نداریم و ترس خیلی از همفکرهای ما این بود که خب یک سیستم دیکتاتوری دیگه جایگزین میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شاید حالا حمایت میشه، غیر از اینکه حمایت میشه مقبولیت نسبی در بین عوام هم داره و این خیلی به نظر من یه خلأ خیلی بزرگی بود. جدای از موضوعات دیگه‌ای که این جنگ به ما نشون داد، باید به این بعد از این مشکل هم نگاه کنیم و شاید وقت اون رسیده که بخوایم ضمن اینکه داریم با این سیستم مبارزه میکنیم تلاش کنیم که اون شرایط بعد از عدم وجود، حالا به هر دلیلی، با هر اهرمی که این سیستم وقتی از بین میره،
برای بعد فردای اون هم فکر کرده باشیم و نگرانیمون این نباشه که دوباره مثل دوران 57 نمیدونم دزدیده بشه، چه میدونم دوباره دیکتاتوری جدید روی کار بیاد. و این به نظر من یکی از حالا چه این سیستم بمونه چه فرو بپاشه، به نظر من یکی از مهمترین قدم هایی که ما باید برداریم این موضوع هستش. حالا من صحبتمو اینجا کوتاه میکنم. دوست عزیزمون آقای احسان ابری از نویسنده‌ای هستن که در رابطه با اسرائیل کتاب نوشتن و خیلی مطالعات زیادی داشتن و همینطور خب توی مجموعه آوای بوف هم کتابشون منتشر شده. اگر فرصت دارن و امکانش رو دارن خوشحال میشم که صحبتاشون هم بشنویم. مرسی قاسم جان. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حقیقتا فقط یه سوالی داشتم از جناب آقای زمانی و این هم که ایشون یه نقل قولی آوردن از جمال عبدالناصر و گفتن که جمال عبدالناصر گفته به خاطر وجود اسرائیل ما داریم کلی از در واقع تولید ناخالص ملیمون رو هزینه نظامی میکنیم. جناب زمانی، از زمانی که صلح بین اسرائیل و مصر امضا شد چند جنگ دیگه بین مصر و اسرائیل در گرفت و مصر چقدر مجبور شد بعد از اینکه صلحنامه رو امضا کرد هزینه نظامی در واقع بخش نظامی خودش بکنه؟ و فکر نمی‌کنی که یه چرخش کوپرنیکی باید انجام بدیم به جای اینکه همش اسرائیل رو محکوم بکنیم؟ ببینیم شاید ایراد از اتحادیه عرب بوده، شاید ایراد از جمهوری اسلامی بوده، یه کشوری که به هر حال بخش قابل توجهی از مردمش قرنها به صورت اقلیت در بخش‌های مختلف دنیا زندگی می‌کردن و بعد تصمیم می‌گیرن بیان برای خودشون یک کشور بسازن و از زمانی هم که سازمان ملل تقسیم بندی رو انجام میده میپذیرن تقسیم بندی سازمان ملل رو، حتی با اینکه توی اون تقسیم بندی سازمان ملل اورشلیم یا بیت المقدس در واقع محدوده سرزمین‌هایی که مربوط به یهودیان بوده نشده، اونها میپذیرن. عرب بودن که حمله رو شروع می‌کنن. اگر غیر از اینه بفرمایید. و فکر نمی‌کنی که این مشکل از طرف عرب بوده که این همه جنگ، این همه بدبختی در خاورمیانه به وجود اومده، نه از طرف اسرائیلیا؟ اینو ممنون میشم یه جواب به من بدید. دوست گرامی، مسئله اسرائیل شما فقط به نگاه به تأسیسش کنید، چگونه تأسیس شد. مشکل یهود مسئله بود که بعد از جنگ بین الملل دوم نشستن گفتن این مشکل رو باید حل کنیم. مشکلی بود که در اروپا بود. اون داستان هولوکاست رو انداختن، یعنی اولوف کردن درش، نه اینکه وجود نداشته، وجود داشت ولی اولوف شد درش. همونجور که بعدها مشخص شده عده زیادی هم از افرادی که ادعا می‌کردن در خونه‌های در جزایر گاز بودن و کشته شدن مشخص شد که دروغ میگن. بعد سازمان آژانس یهود تعداد به حساب جمعیت یهود را قبل از جنگ جهانی دوم داشت و بعد از جنگ جهانی دوم داشت. 6 میلیون نفر آدم مفقود نشده بود. حالا اینا رو ما کار نداریم. بعد از اینکه قد نشستن و مشکل یهود را اومدن حل کنن، گفتن اوگاندا را به اینها پیشنهاد کردن. این خوی استعماری خیلی کثیفه که ما اموال دیگران را بیایم به خودمون حق بدیم که تقسیم کنیم، که بیان بگیم آقا خونه اون همسایه اون مال تو، یکی میگه آقا مگه مال توی اون خونه. بعد اینها گفتن نه، ما سرزمین موعود را می‌خوایم، ما اسرائیل را می‌خوایم. در اونجا در اورشلیم ما سابقه داریم، در معبد داوود اونجاست. به یک چیزهای آویزون شدن که نصف بیشترش یا میتولوژی قوم یهوده و یا داستان‌هایی است که نمیشه به اتکا به اون ما بیایم یه جایی را تصاحب کنیم. اون قسمت در یک مقطعی در اختیار هخامنشیان بود، مقطعی در اختیار سلوکیان بود. شما اون مکتب هلنیسم شما دور تاریخ بشر هی دور میزنی، لطفاً بیا تو عصر دولت ملت سازی. دارم اجازه بدید توضیح بدم، تموم شد شما صحبت کنید. ببینید اون جمعیتی که در اون مقطع، آخر شما دارید یک کشوری را اسم میبرید که این کشوری وجود نداشته. تنها زمانی که اینها تونستند به حساب یک کشوری تشکیل بدند، یه لحظه من جا عوض بکنم، اینجا آنتن نمیده. شما از نمیدونم تا چند اندازه از پادشاهی شمومی اطلاع دارید و از یهودای مکابی و حکومت مکابیان اطلاع دارید. تنها زمانی بود که اینها تونستند به مدت 101 سال حکومت تشکیل بدن در اون منطقه جغرافیایی که امروز اسرائیل و فلسطین و اینا یا نامیده میشه. و این خاخام‌ها و رابین‌های یهود دولت یهودی را که راه انداخته بودن انقدر جنایت کردند، مثل همین آخوندهای خود ما، مثل طالبان، که مردم یهودی برگشتن رفتن به پادشاه سلوکیان اون موقع آنتونیوخوس چهارم بود، بهش درخواست کردن آقا ما رو از دست اینا نجات بده. بعد هم که چون اینها مخالف هلنیسم بودن، هلنیسم نمیدونم تا چند اندازه اطلاع دارید یعنی چی. مکتبی بود که بعد از اسکندر در ممالکی که تحت تسلط اینا بود، اینها می اومدن تمدن را وارد میکردن، چون کشورهایی که اونجا بودن هیچ کدوم صاحب تمدنی نبودند.
ولی یهودی ها مبارزه با اون میکردن، با تمدن اون زمان مبارزه میکردن که ما یهود را میخوایم. ما بعدم به همون نام انقدر کشت و کشتار کردن که خود مردمش گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم. بعد شما راجع به فعلا صحبت میکنید، تمام اون منطقه از زمانی که دولتی به نام اسرائیل تشکیل شد درگیر جنگ. صحرای سینا را اشغال کردن، بلندی‌های جولان را اشغال کردن، همین بیت المقدس را شما مگه نمیفرمایید این اصلا کعبه کلیددارش زمان انگلیس‌ها کیا بودن؟ خاندان هاشمی که بعد از جنگ بین‌المللی اول اینا را کردن به حساب پادشاه در اردن و کشورهای مثل اردن و سوریه و لبنان و عربستان را انداختن و به پا کردن. اسرائیل هم یکی از همین زایده‌هایی است که به پا شده در اونجا. بیشتر جمعیتش هم از اروپا آمدن. همین آقای نتانیاهو مال لهستان در اونجا به دنیا آمده. عرفات یه حرف خیلی خوبی زد، برگشت گفت آقای آریل شارون، همون حیوانی که در صبرا و شتیلا اون همه جنایت کرد، گفت پدر تو کجا خاکه؟ در اوکراین. پدر من کجاست؟ در اینجایی. ما اینجا سالها زندگی کردیم. ولی استعمارگران طبق همون صحبتی که آقای چرچیل میکرد، به چرچیل گفتن آقا این جمعیت فلسطینی‌ها سالها اونجا زندگی کردن، نمیشه اینا رو ردشون کنیم. برگشت گفت یه سگی اگر 50 سال تو خونه شما زندگی کرد صاحب خونه میشه. نظرشون این گونه بود. اسرائیل هم نقشی که الان داره در یک زایده است از آمریکا که در خاورمیانه گذاشتند و از زمانی هم که این جریان اونجا پا گرفته آشوب و نارامی کل منطقه بوده. چند تا جنگ فقط خود شما بفهمید اسرائیل در شرکت داشت. بعد دفاع از یه سیستم که جنایت‌های آقای نتانیاهو را شما اصلا نمیدونم چطور اینو میشه دید و توجیه کرد. اون اسرائیلی که اینو توجیه میکنه، عرض کردم به شما، همون هم که اینها را عمالقه میدونن. هنوز توراتیان، شما زمانی که با طالبان و آخوند مخالفی، چطور میتونی با طالبان یهودی موافق باشی؟ الان کابینه آقای نتانیاهو طالبانن که از طریق اون طالبان ایشون تونسته اکثریت نگه داره و اعمالی هم که اینا انجام میدن هیچ توجیهی نداره. فلسطین را حمله کردن. اگر اینها فلسطینی‌ها اون 7 اکتبر را من کامل در جریان هستم، میدونم، دیدم، شنیدیم. جرم با مجازات باید یک تناسبی داشته باشه. شما اگر یک گروه تروریستی حمله کردن در اونجا، یک گروه فوندامنتالیستی حمله کردن، همین گروه حماس که سازنده این گروه حماس کی بود؟ آقای نتانیاهو که اینها را علم کرد در مقابل گروه فتح که اینها علیه خودش شده، همونجور که الان داره یک گروهی را علم میکنه جلوی دسته حماس. خیلی ممنون آقای زمانی. اجازه بدید آقای احسان اول نظر خودشون در مورد این اتفاقات بگن، بعد به سوالا برسیم. بفرمایید آقای احسان، اصلا نظرتون در مورد اینکه به هر حال الان یک جنگ شروع شده و الان کشتارها داره انجام میشه و اینکه بزرگنمایی که دارن در مورد اتفاقایی که در اسرائیل میفته و در حال شرایطی که ایران داره، نداشتن رسانه یکی از مشکلات رسانه طبیعی جهانی یکی از مشکلاتش هستش و اینکه جهان پشت این جنایت اسرائیل هستش و مثل همون دوره‌ای که داشتن توی غزه و لبنان و جاهای دیگه این کارو میکردن دارن دنیا حمایت میکنن ازش. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید. مرسی، ممنونم. من ببینید خب به هر حال به عنوان یه ایرانی، منم خب خانواده‌ام ایرانن. اتفاقا شب اولی هم که بمباران شد، شب جمعه هفته گذشته، دقیقاً یه خیابون بالاتر از خونه ما این اتفاق افتاده بود و خب من خیلی ناراحتم از این جنگی که اتفاق. کلا من ضد جنگم، هر جای دنیا که بخواد جنگ بشه من مخالفشم. ولی عرضم به خدمتتون که وقتی الان بعد از یه هفته دارم نگاه میکنم، میبینم خب ما 46 سال تلاش کردیم و جنبش‌های مختلف در ایران به خیابون اومدن و علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردن، چه حالا اون بخشی که اصلاح طلبی بود و خواهان اصلاحات در حکومت بودن و موفق نشدن، چه بعدش که دیگه جنبش‌های برانداز به خیابون اومدن و با شعار سرنگونی طلبی به خیابان پا گذاشتن، ولی خب موفق نشدن و جمهوری اسلامی زورش بیشتر از مردم ایران بود و تونست هر دفعه جنبش‌ها رو سرکوب کنه و اینا رو برگردونه به عقب. در نهایت شما وقتی توی همچین شرایطی اتفاق گیر می‌افتید، اون حکومت تنها و تنها با جنگ خارجی از بین میره. آلمان همین شکلی شد، ایتالیای فاشیست همین شکلی شد و چون دیگه اون موقع نیروی داخلی خودش قدرت این رو نداره که بخواد سرنگون بکنه. اگر که مثلا انگلستان شوروی و آمریکا به آلمان نازی حمله نمی‌کردن، مردم آلمان نمیتونستن هیتلر رو سرنگون بکنن. این یه واقعیتیه در تاریخ. بنابراین مسئله بر سر اینه که امروز داریم نگاه می‌کنیم که خب یه جنگ اتفاق افتاده، ما هم مخالفش، من عملاً مخالف جنگم، خب ولی این مسئله که اتفاق افتاده من باید ببینم ما چه شکلی میتونیم این وسط به نفع مردم ایران اوضاع تغییر بدیم. چطور میتونیم بیایم یک اپوزیسیونی رو در خارج کشور سازماندهی بکنیم و مانع از این بشیم که فردا روز بعد از اینکه جمهوری اسلامی فرو پاشید توسط ارتش‌های خارجی، یه حکومت دست نشانده در ایران وارد نشه. ما که زورمون نمیرسه بریم به نتانیاهو بگیم آتش بس کن، زورمون هم نمیرسه بریم به خامنه‌ای بگیم تسلیم شو.
پس باید بشینیم برای اون لحظه‌ای که میتونیم در تاریخ نقشی ایفا بکنیم نقش ایفا بکنیم و اگر بتونیم برای اون لحظه ما نقشه‌ای بکشیم مطمئنا میتونیم این بازی رو به نفع مردم ایران تغییر بدیم. اما اگر بخوایم دوباره دنبال همون دعوایی که 46 سال در اپوزیسیون داشته باشیم، در نهایت یک حکومت دست نشانده میذارن جای جمهوری اسلامی و همونطوری که دوستان اشاره کردن مال و اموالمون هم به یغما میبرن و هیچی به هیچی، بعدم تبدیل میشیم به یک کشوری مثل لیبی، میشیم مثل عراق، میشیم مثل افغانستان و یک در واقع کشور مفلوک که شاید هم حتی اصلا بپاشیم مثلا دیگه تجزیه بشیم و تموم بشه همه چیز. و میگم من الان بعد از شروع یک هفته دارم به این فکر میکنم که ما باید برای اون لحظه موعود برنامه بریزیم و ببینیم اونجا ما چه نقشی میتونیم ایفا کنیم. تو این جنگ بین دولت ها ما مردم غیر از قربانی بودن هیچ جایگاه دیگه ای نداریم، چه ما ایرانیایی که حالا در داخل و خارج کشور هستیم، چه اسرائیلیایی که امروز دارن توسط موشک‌های جمهوری اسلامی از بین میرن. از دو طرف ما داریم قربانی میشیم، آدم‌هایی که در واقع توی این جنگ در واقع نقشی ندارن و جزء ارتش‌ها نیستن. این نظر منه در رابطه با اون مسئله. منتها من هنوز جوابم نگرفتم از آقای زمانی، امیدوارم ایشون جواب منو بدن. بله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای قهرمان شما میتونید صحبت کنید؟ با درود به همه دوستان، میبخشید من اشکال کامیونیکیشن دارم، خیلی از صحبت‌ها بریده شد. آقای قهرمان فکر کنم شما تو ایران هستید احتمالاً. الان صدا میاد؟ آره الان خوبه. نه چون اینترنتتون مشکل داره، میگم احتمالاً تو ایران هستید، یا اینکه وسط کردن شما با اینترنتتون قطع کردن. نمیدونم، هر چی هست اصلا تعجب میکنم صداها بریده برای من میومد. عرض کنم که حالا صدا میاد، من یه چند کلمه بفرمایید صداتون خوبه. بله، در پاسخ به آقای احسان خیلی حرف جالبی زدین. بله، اگر جانشینی به اصطلاح در ایران نباشه دوباره همه آش و همه کاسه و یک عده از توی همین رژیم میان با یک چهره دیگه و ماجرا باز ادامه پیدا میکنه که البته این از قبل شروع شده. اگر یاد خاطرتون باشه خود جمهوری اسلامی بعضی از جناها ریزش خودشون احساس کرده بودن و تحت عنوان باستانگرایی مدت هاست که توی حتی رادیو تلویزیون‌ها واسه خود پاسدارا که معروف دارینشون آقای اون پاسدار معروف مهدی نصیری است که قضیه باستانگرایی رو داره این ور نشون میده که یک حرکت مترقی و ملی نیاد عدالت خواه باشه و اینا رو وقت با محاکمه بکشه و جنایت‌ها اینا رو بررسی کنه، پولوی که اینا دزدیدن رو بیاره، یکی باشه باز از هم جنس خودشون مثلا یه جوری با سلطنت طلبات کنار بیان، همون ادامه باز پیدا کنه. اینو مدت‌ها شروع کردن. در جواب شما که بله باید یک نیرو باشه، این نیرو باید از داخل به وجود بیاد. متاسفانه اینو باید جامعه شناسا بررسی کنن چرا در طول این 40 و چند سال هیچ گروهی در داخل ایران به وجود نیامده. اونایی رو من نمیگم که از زمان سابق بودند و سرکوب شدند و رفتن. از این نسل جدید چرا هیچ کاری کارو نکرده؟ انگار نسل جدید نسل بی‌آرمانی است. یعنی اگر خیابون میاد برای خودش میاد. من از یکی از همین نسل‌ها پرسیدم چه مشکلی شده که زمان شاه یک گروه رو میگرفتن برای مبارزه با دیکتاتوری، یک گروه دیگه درست میشد، اون گروه رو میگرفت یک گروه دیگه درست میشد. الان چی شده؟ در تمام این سال‌ها هیچ گروهی از داخل ایران به وجود نیامده. توجه داشته باشید گروه یا جانشین هر چی اسمشو میذارین باید از توی ایران به وجود بیاد. بنده که در خارج هستم که نمیتونم کاری بکنم، من لشکرم کجاست که بردارم ببرم اونجا؟ این باید تو درست بشه و ما باید پشتیبان اون باشیم. اون برداشت گفت اگر شما اونجا به این نسل به ویژه صحبت کنید بگید که آقا بیان یه گروهی درست کنیم، میگه بهتون میخندن میگن هه روشن فکر شده. میگه اصلا آرمانی نداره. این متاسفانه یعنی جمهوری اسلامی نه بلکه تمام گروه ها رو داغون کرده، حتی اخلاق ها و معیارها و آرمان ها رو از بین برده. بنابراین باید این از داخل شروع بشه. همین الان موقعیتش خوبیه، باید گروه‌های درست بشن در محلات جمع بشن که به عنوان کمک به هم دیگه در طول جنگ و بعد اینا به هم پیوند بخوره و از توش چیزی در بیاد. همین متاسفانه این حرکت به وجود نیامد و همونطور گفتین خطر این خیلی زیاده که حتی رژیم اگر ساقط بشه باز یه عده از توی همینا بیرون میان، همون اصلاح طلبای قدیمی برای حفظ نظام با یه چهره دیگه میان جلو و میشه. ولی بنابراین این به خواست و اراده من که در خارج نشستم نیست، این باید از داخل شروع بشه و خودجوش از اونجا بیاد. ما وظیفمون اینه که ازشون حمایت کنیم. متشکرم. مرسی. آقای دکتر، آیا تو این شرایطی که مردم الان جونشون میگرفتن دستشون، هی میگن تهران خالی کنید، سپیدرود خالی کنید، نمیدونم عراق خالی کنید، آیا واقعا تو این شرایط میشه؟ اصلا تو زمانی که خب شرایط خیلی بهتر بود، مردم برای اعتراض اومده بودن بیرون، خب یه طبیعی بود که مردم همدیگه رو پیدا کنن و اون تفکرات کسایی که تفکرات مشابه دارن همدیگه رو پیدا کنن در خیابان، با همدیگه صحبت کنن، اون تجمع یا گروه رو تشکیل بدن. آیا تو این شرایط که
همه به فکر زنده بودن، به فکر جون خودشون، به فکر خانواده خودشون هستن. اصلا اینکه الان زمان اون گروه تشکیل دادن هست، اصلا آدما میتونن همدیگه رو پیدا کنن، جز اینکه حالا هم حرفی که شما فرمودین که فقط میتونن به همدیگه فقط کمک کنن. همونطور که من دیدم حتی توی افرادی که توی خیابون دو جاده مونده بودن، خب خیلی هستن که خیرن، دارن براشون ساندویچ درست کرده بودن، آب معدنی برده بودن. خب اینا فقط یک چیز انسان دوستانه است، چیزای ایدئولوژیک نیست که توی شرایطی که داره فرم میریزه سرشون آدما به فکر این باشن که آها شرایط ایجاد شده ما بیایم الان رژیم چنج انجام بدیم. به نظر من چنین شرایطی که مردم برای زنده بودن دارن تلاش میکنن، برای پیدا کردن همدیگه، برای ایدئولوژی یا برای اون آزادی آینده، یکم شرایط سختی هست. یا میشه گفت شاید واقعا حتی 50% هم فراهم نمیشه برای آدمایی که به فکر جونشون هستن، به فکر این باشن که حالا بیایم گروه تشکیل بدیم که نظامو بندازیم، یا اینکه بیایم گروه تشکیل بدیم که این نظام افتاد چه گروهی بیاد، یا ما به عنوان منظورم اون آدمایی که تا داخل هستن، ما به عنوان افرادی که با هم فکر هستیم میتونیم برای دولت آینده فکر کنیم. چون الان اون قدرت تفکر مردم ندارن که بخوان این حرکت رو انجام بدن. حالا من اینطور فکر می‌کنم، نظر شما چیه؟ ببینید، من نمیگم بیان یک گروهی از حالا درست بشه و یه اسمی هم برای خودش بذاره. من از همین گروه های همیاری کردن هم دیگه، همیاری کردن محلات، از اینا میگم باید شروع بشه که اینا به هم پیوند بخوره و احتیاج هم نیاز نیست که حتما یه ایدئولوژی داشته باشه. نه، همین یاری کنندگان به یکدیگر که بعد این تبدیل میشه خانه‌خواه به یک نیروی به اصطلاح قابل حساب. الان خب یه سری باید فداکار باشن، یه سری گذشت باید بیان جلو که در اون زمان پیش این افراد خیلی زیاد بودن، ولی الان چرا نیست؟ چرا نمیان؟ بله همه فرار میکنن، ولی همه که نباید فرار کنن. یه سری باید باشن که همیاری کنن همدیگه رو. اگر بنزین یکی نداره برسونه، غذا نداره برسونه، و از اینجا باید شروع بشه. من نمیگم بیاد مثلا یک ایدئولوژی درست بشه، نه، از همینجا شروع میشه معمولا، و اینا باید به هم پیوند بخوره. از محلات، بعد از محلات کم کم به هم وصل بشه تا به یه ارگانیزیشنی تبدیل بشه. اینو من اینجوری فکر میکنم، یعنی از همین همیاری کردن‌ها باید شروع بشه. هیچ احتیاجی نیست که یک ایدئولوژی رو عنوان بکنن، اصلا هیچ چیزی نیست. ولی من نمیبینم، همین رو هم نمیبینم متاسفانه. این نظر من، امیدوارم من اشتباه میکنم. ممنون. دوستان اگه صحبتی دارید میخواید فلفل بذارید، من بدونم که کیا میخوان صحبت بکنن. ممنون میشم. آقای قاسم شما میخواید بفرمایید. من خرابت نمیتونم فلفل بذارم. اوری خانم من بذارید تو نوبت. حتما. فقط یه جواب کوتاهی می‌خواستم خدمت جناب دکتر قهرمانلو عرض کنم، چون مقایسه کردن نسل‌ها رو، نسل ما رو با نسل خودشون. اینکه بحث مبارزاتی در یک دوره‌ای توی دنیا، مخصوصاً چپ‌های جهان، به هر حال به این نتیجه رسیده بودن که مبارزات علنی داشته باشن، مبارزات مسلحانه داشته باشن و برن تو دل خطر و با سیستم حاکم توی کشورهای مختلف درگیر بشن و اونها رو به زیر بکشن. و خب ما دیدیم که تقریبا در خیلی از جاهای دنیا، خیلی جاهای محدودی موفق شده، در خیلی از جاهای دنیا این تئوری و این شیوه جواب نداد، به خاطر اینکه شما چقدر هم قدرت داشته باشی به عنوان در جایگاه مردم، به هر حال سیستم حکومتی ابزارها و سلاح‌هایی داره که تقریبا غیر ممکنه باشه مبارزه به اون شکل انجام دادن. به خاطر این هم نسل‌های من، لااقل کسانی که مبارزه واقعی می‌کردیم و می‌کنیم، رو آوردن به شیوه‌های دیگه مبارزه، آگاه سازی جامعه و خرد جمعی رو گسترش دادن، و روی این حساب هم این بخش از مبارزات و هم اینکه از طرف دیگه هم در فضای سیاسی و مبارزاتی داخل ایران تقریباً با توجه به اون شرایطی که وجود داره، با توجه به اون موقعیت اجتماعی که در داخل ایران هست و اون گستره اطلاعاتی سیستمی که در ایران وجود داره از طرف حکومت، ایجاد تشکل‌های مبارزاتی تقریباً غیر ممکن هست به خاطر عدم اعتمادی که در بین جامعه وجود داره، و همینطور اون شرایطی که وجود داره نمیشه مثل گذشته اون در واقع گروه ها رو تشکیل داد و به اون شکل مبارزه کرد. حالا فقط می‌خواستم این توضیح رو بدم که در این مقایسه بین نسل ها خب هم شیوه مبارزات عوض شده و هم در واقع میشه گفتش که اون نظام حکومتی متفاوت هست و مبارزه دیگر رو میطلبه. روی این حساب خب در داخل ایران هم چشم به خارج ندوختن، حالا چه اون کسانی که سیستم دیکتاتوری جدید رو میخوان پرورش بدن در خارج از ایران بیشتر، در داخل ایران همچین چیزایی نیست، و هم اون چیزی که ما در خارج از ایران نسبت به مبارزه و نسبت به این شیوه های مبارزه فکر میکنیم در داخل ایران بسیار متفاوت است. فقط خواستم این موضوع رو یه مقدار توضیح بدم. خیلی میتونم یک چند کلمه عرض کنم؟ خیلی متشکرم جناب قاسم، شما خوب اشاره کردید. نظر من این نبود که همون شیوه رو
الان در شرایط جدید همون شیوه رو پیاده کنن. من منظورم شیوه نبود، من منظورم کار جمعی بود. طبیعیه که الان در شرایطی که در آن هستیم و جامعه ایران وجود داره اون جامعه قدیمی نیست و چیزهای جدیدتری، راههای جدیدتری میطلبه. اما میخوام بگم که تنهایی نمیشه کار کرد. منظورم اینه که هر کاری بایستی جمعی باشه تا بتونه کارگر داشته باشه. اینجوری هم نیست که حتما از اولش سیاسی باشه. عرض کردم که میتونه از همیاری کردن محلات شروع بشه، از محلات بعد به خیابونا، بعد به شهرها، اینا همش میتونه از همینجا شروع بشه و این بسته به ابتکار اون نسل جدیدیه که اون شرایط درک میکنه و میتونه جلو بره. بدون اینو دیگه همه میتونن، شما هم فکر کنم مخالف نباشید، بدون هیچ سازماندهی هیچ کاری پیش نخواهد رفت. یعنی من فقط به عنوان من بیام جلو کاری پیش نمیره. آره خیلی هم خوبه، خوب حرف خوب میزنن، ولی اگر این سازماندهی نباشه این رژیم سرنگون نخواهد شد. من فقط اینو خواستم بگم، ولی شیوه بله، شیوه با شیوه جدیدی باشه مطابق روز. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. آقای زمانی میخواید سوال آقای احسان رو جواب بدید؟ آقای زمانی پشت میکروفون نیستن. آقای هستن. آقای بابک بخواد شما بفرمایید، من بعد صحبت میکنم. خیلی ممنون میشم. من یه چند تا مسئله رو می‌خواستم سریع رد شم. ببینید دوست عزیز، 3 جولای 2023 مردم در غزه تظاهراتش بزرگی کردن علیه حماس، ولی این نتانیاهو بود که اینترنت اونجا رو بس 2 هفته. خب خبرم وقتی بیاد بشه دیگه قدرت خودش رو از دست میده. 17 سال پیش یه رأیگیری زورچپونی کردن، با کمک همون نتانیاهو حماس به قدرت رسید و جمهوری اسلامی. 4 سال بعدش هم دیگه رأیگیری نشد و اینا موندن، درست مثل اون اتفاقی که 58 افتاد. ولی در مورد محلی، ببین ما بچهای دهه 50 دیگه ما خیلی دوست داشتیم که مثلا با سازمانایی که سمپاتش بودیم تماس بگیریم، نشد. ولی آخرای 55 اوایل 56 دست زدیم به تشکیلات محلی بدون هیچ سمت و سوی سیاسی. البته اونایی که در رأسش قرار گرفته بودن از جمله خودم هممون سمت و سوی سیاسی داشتیم، ولی کار شورایی می‌کردیم، نفت رو تقسیم می‌کردیم، گروهایی درست کرده بودیم که میرفتن این معلولا رو همون می‌کردن، ناخناشون می‌گرفتن، ماشون رو کوتاه می‌کردن. زنایی بودن که میشستن برای اینو غذا درست می‌کردن و گروهایی بودیم که شبا می‌رفتیم شعار می‌نوشتیم تو خیابونا. یعنی شاید با چند نفر شروع شد، ولی دیگه مثلا توی 57 شورای ما صحبت از 3000 نفر بکنه که توش مشغول به کار بودن. من الان با گروهایی که تو ایران طرفم به همشون این پیشنهاد می‌کنم و کمکشون هم می‌کنم، بیاید همچین تشکلایی بزنید، نه مثل امام علی قاب پیشونی سفید نکنید خودتون. توی محله‌تون با چند نفر شروع کنید، چون وقتی یه حرکت شروع بشه درست مثل آهنی که گرمش میکنن بعد با زدن چکش روش بهش حالت میدن، اتوماتیک وقتی یه تشکلی درست بشه به مرور زمان درست خواهد شد. ولی جریان اینه که هرچی بچه‌های دهه 50 نسل آرماندرایی بودن، یعنی من اصلا یه موقع اینو اشتباه کسی برداشت نکنه، من اصلا خودمو نمیگم با نسلی که من زندگی کردم، حالا آقای زمانی، ایرجخان اینا هم سن و سالای من اینو خوب یادشونه، ما واقعا نسل آرماندرایی داشتیم. چرا؟ چون قبل از ما دهه 40 اون نسل آرماندرایی بودن که الگوهای ما بودن. ما نه به خاطر منافعی میرفتیم تو خیابون، نه به خاطر واقعا چش داشتیم، میرفتیم برای اینکه میگفتیم باید از ضعیف، حالا یکی مثلا میگفت به اسم دیگه میگفت، یکی میگفت کارگر و زحمت کش، میرفتیم از اینا دفاع میکردیم و حاضر بودیم. خب بالاخره دانشجو که کارگر نبود که، ولی ما در جلگه دانشجویی میرفتیم همون کارو رو انجام میدادیم و شوربختانه اگر انقلاب ما سزارین نمیشد، اگر میذاشتن این انقلاب یه سال دیگه دووم میآورد، این اتفاق براش نمیافتاد. یعنی کسینجر پارسال مرد، 100 سالگی، سال قبلش جشن تولد 99 سالگیشو گرفته بودن، بهش گفتن چه گویی بود زدی این آخوندا رو آوردی سر کار. گفت هرچی بود بهتر این بود که بیفته دست کمونیستا. ببینید ما همه کارهایی که دستمون برمی اومد، هم نسلیای من، چه اونایی که پیشگامای ما بودن دهه 40 بودن، چه خود ما که دهه 50 بودن، کردیم، بهاش هم دادیم، چه توی انقلاب چه تو دهه 60. یه روز بالاخره این که سرنگون میشه، شاید ما نباشیم و شما جوونا باشیم. اون روز می‌بینید که چه قتل عامی توی دهه 60 انجام شد. آقا زمانی بوده زندان میره، شب بود که تا 350 تا گلوله تیر خلاص میشمردن بچه‌ها. من هیچ موقع نمی‌تونستم این کارو بکنم، گوشامو می‌گرفتم، نمی‌خواستم اصلا چیزی بشنوم. ببین دوست عزیز، ما بچه‌های نسل 40 که الگوهای ما بودن و ما نسل 50 ها
بهای سنگینی داریم. الان 38 سال می‌گذره من هنوز ناخن‌های پام پیش کدومش ناخن نیست، هنوز تو گوشته. بلاهایی که سر ما آوردن یه روز داستان‌ها شاید درست بشه. بچه‌هایی که اون زمان بدترین نوع اون بچه‌هایی بودن دستگیریشون 59 بود، چون اینا هنوز یاد نگرفته بودن، توی تخصص پیدا نکردن، انقدر می‌زدن یارو می‌مرد، انقدر می‌زدن یارو زیر اصلا نمی‌فهمید کابل یعنی چی. ما روزایی رو دیدیم مثل قصابی ما رو آویزون می‌کردن. ما از مصاحبه یا بازجویی که برمیگشتیم 6 ماه با کون را می‌رفتیم. ما بهای کمی ندادیم. الانم بالای گود نمی‌شینیم به کسی بگیم لنگش کن. اون تجربه که داریم صادقانه می‌ذاریم جلو بچه‌های داخل کشور تا اونجا که کنتاکت داریم باهاشون. ولی من به عنوان آدمی که مقایسه می‌کنم می‌بینم واقعا در جبل ده 50 یا در دهه 40 که پیشگاما بودن و دهه 50 که دنبال روی اونا بودن ما کم بها ندادیم و واقعا هنوز بچه‌ای هستن همینجا تو لندن من 5 دقیقه بغلشون میشینیم میفهمیم اینا نرمال نیستن. یعنی اون اثرات زندان رو به عین می‌بینی توشون. نه که بگم من خودم آدم نرمالیم، نه منم مشکل دارم، ولی من تا یه حدودی تونستم به خودم تسلط کنم. اینه که ما نه توقع داریم چه گورایی در بیاد نه چیزی. همون آقای دکتر گفت همون گروها رو درست کنن، خودشون میرسن به اون جایی که باید برسن. ما هم اگر کاری از دستمون بر اومد کمکشون میکنیم، چه تجربه‌مون رو بخوام، چه از نظر امکاناتی تا اونجایی در حد توانمون میشه. مرسی عزیز، متشکرم از اینکه صحبت‌های منو گوش دادید. من تمام. خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید زمانی. ببینید دوستان، در رابطه با حکومت‌ها ما اگه به تاریخ نگاه کنیم در تمام دنیا، حالا یه مقطعی از اون دوران طلایی یونان و اینا رو بگذاریم و در دوران‌های بعدی همیشه این گونه بوده که یک مستبدی به عنوان کینگ یا پادشاه یا شاهنشاه یا کایزر یا امپراتور در یک کشوری قدرت می‌گرفت. دو مدل بودن اینا، مثل پادشاهان اروپا که یک طبقه کشور رو میچرخوندن، طبقه زمیندارایی بودن که یکی از بین خودشون انتخاب میشد و اون شخص به اون طبقه کشور رو اداره میکرد. ولی مال ما استبداد نوع شرقی بود، شخص بود، یک شخصی فراقانون، بالاتر از همه چی. این مدلی بود که در همه دنیا بود. عصر روشنگری که آمد، انقلاب صنعتی که پیش آمد، فرم جامعه که عوض شد، از جامعه از حالت فئودالی به شهرنشینی و صنعتی شدن روی آورد، فرم حکومت ها هم عوض شد. در دوران روشنگری بود که آمدن گفتن آقا حکومت فردی دیگه جایگاهی نداره، دولت نباید در خدمت پادشاه باشه، دولت باید منتخب مردم باشه، در خدمت مردم باشه، عقل جمعی باید کشور را اداره کنه، نه یه شخصیه، نه یه مجنونی مثل لویی یا اینکه فلان پادشاه انگلیس و فرانسه و نمیدونم کشورهای دیگه که معلوم نیست چه مدل آدمیه، آدم خوبیه بدیه، بستگی به مزاج طرف داره. مظفرالدین شاه، ناصرالدین شاه، نادر شاه، جنایتکار، آدم ضعیف النفس، اینا گفتن دیگه باید بذارن کنار. اگر بعد افراد و متفکرانی آمدن پیشنهادهایی دادن، گفتن آقا ما اگر بخوایم یه حکومتی داشته باشیم باید اصل تفکیک قوا رو درش برگزار کنیم، یعنی سه قوه از هم جدا باشن، در کار هم دیگه دخالت نکنن، انتخابات باشه، احزاب باشه. مدلی بود که به دنیا ارائه شد و کشورهایی هم که الان شما می‌بینید به عنوان کشورهای مدرن و پیشرفته دنیا هستن، همه از این مسیر پیروی کردن، این مسیر رو پیمودند. در کشور دانمارک که جمهوری نه پادشاهی، اینجا اسمش هست ملکه داره و پادشاه داره الان، ولی در حقیقت اینها افرادی هستن که در یک مقطعی کنار گذاشته شدن و خودشون داوطلبانه چون رفتن کنار، مردم هم دیگه چشمی به زمین و املاک اینا نداشتن، گفتن آقا این تا الان بوده، الان هم بره دنبال زندگیش. انقلاب سوسیالیستی ایجاد نشد که اموالش بگیرن نمیدونم تقسیم کنن، خود اینا داوطلبانه رفتن کنار، افراد مصلحین اجتماع اومدن گفتن آقا بیاید خودمون مردم کشور را اداره کنیم به روش اصل تفکیک قوا. این که در دانمارک الان نخست وزیر همه کار است، مجلس دارن، در سوئد همینجور، در انگلستان همینجور، در کشورهای دیگه هم، یعنی فرم حکومت سوئد با حکومت آلمان فرقی نداره، هر دو قدرت در اختیار نخست وزیر یا بوندسکانسلر. شاه یا کایزری در آلمان وجود نداره، شاهی هم در سوئد وجود داره، کاری نیست. این اون چیزی است که در دنیا داره دنبال میشه. ما هم قرار بر این گذاشتیم، فکر کردیم که بیایم این الگو رو در کشورمون پیاده کنیم. آمدیم اعتراض کردیم به پادشاه، گفتیم آقا تو چه کاری، همه کاره مملکت شدی، ما عدالت خونه میخوایم، حق و حقوق میخوایم. با دو تا سد مواجه شدیم، یکی شیخ یکی شاه. شیخ آمد توجیه کرد جامعه رو که آقا اصلا چیزی به نام مساوات و برابری و حق و حقوق و اینا، اولا حقوق
و قانون شرع الهی هم هست. بشر بشینه چهار تا بیکارتون مجلس برای ما قانون درست کنن، علما فرمودن این به درد ما نمیخوره. ما قانون داریم، شرع انور محمدی داریم، ما طبق اونم رفتار میکنیم. پادشاه اومد گفت آقا ما هم که نماینده و سایه خدا هستیم، قبله عالمیم. مظفر چیز گفت که محمد علی شاه رعیت بچه به این غلطا که حق و حقوق میخواد. گفت خدا لعنت کنه این مستشار دوله که این تخم لقا تو دهن مردم کاشت. قانون یعنی چی؟ ما قانونیم. بعد انقلاب مشروطه پیش آمد. انقلاب مشروطه که شد، جامعه اون زمان ما خب ما مردم باسواد نداشتیم، سابقه حزب نداشتیم، سابقه تشکیلات نداشتیم. شروع شد در دورانی که انقلاب مشروطه ختم شد، انجمن‌ها به پا شد، چه از طرف افرادی که آزادی خواهند و چه از طرف مستبدین. مثلا همین آقای محسن صدر که بعد وزیر دادگستری خدا رضاخان شد، ایشون دی انجمنی رو انداخت، انجمن آل محمد. اینا هم انجام که مبارزه میکرد با مشروطه خواهان. بعد از اون ور اینا رفتن گفتن آقا در دنیا مثلا حزب دارن، اینا سوسیال دموکرات دارن. اینا هم اومدن گفتن خب ما سوسیال دموکرات مردم نمیفهمن، اجتماعیون و عامیون میذاریم. حزب من مساوات درست کردن. حزبای الگو برداری کردن چون الگوش بود. متفکرینی ارائه داده بودن و خوبم کار کرده بود. دیگه احتیاج نبود که ما بخوایم خود به مجددا چیزی اختراع کنیم. این فرمول تو کشور ما پیاده شده بود، داشت کار میکرد، داشت یواش یواش مملکت پیش میرفت. مشکلات زیاد داشتیم، جنگ بین الملل اول شد، بعد نمیدونم قحطی بزرگ شد تو کشور، همه این مشکلات و اینها بود، همونجوری که جاهای دیگه دنیا بود. ولی همون آقایونی که این دوست ما میگن از خارج بیان کمک میکنن، همون آمدن گفتن آقا شما اداره کشورتون بدید دست ما، چون شماها محجورید، چون شما هیچ حالیتون نیست. نگفتن ما کمکتون میکنیم که راه بیفتید. خب ما رفته بودیم نشستیم، عقلای قوممون نشستن گفتن آقا پادشاه که نشست خونه‌شو احمد شاه اصلا دخالت بهش کردن نمیکرد. گفتن آقا ما باید ارتش داشته باشیم، دولت‌های مدرن چی دارن؟ گفتن ارتش دارن. گفتن خب ما باید بندازیم. گفتن خب چه جوری؟ الگوش ما همین قزاق‌ها هستن که در اختیار حساب ناصرالدین شاه انداخت، در اختیار روسان بودن. آمدن قوای ژاندارمری رو انداختن و پلیس. کی با کمک مستشاران سوئدی آمدن مالیه را سر و سامان دادن. مستشار از آمریکا آوردن کارهای مالیه را سر و سامان بده. احزاب به پا شد، روزنامه‌ها به پا شد. 269 روزنامه شروع کرد به انتشار در کشوری که تا قبل از اون 20 روزنامه هم نبود در کشور. یعنی جامعه داشت پا می‌گرفت که همین دوستانی که خیرخواه ما هستن به قول ایشون بیان اینها کمک ما می‌خوام بکنن، مثلا آقای نتانیاهو که الان می‌خواد بیاد کمک ما کنه، اینها آمدن بساط مشروطه را ورچیدن با آوردن یک استبداد مستبد. گفتن این مستبد مدرنیته را وارد کشور شما میکنه. کسی که خودش نه سواد داشت و نه اصلا تفکری که بدون اصلا مدرنیته یعنی چی. بعد جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی رأسش افرادی بودن که هیچ تفکر مثبتی نداشتن، آمدن گفتن ایشون عوضش برای شما قطار آورده، ایشون عوضش برای شما هتل درست کرده، نمیدونم کارخونه درست کرده آورده، زنهای شما را بی‌حجاب کرده. نگفتن آقا این شخص فکر بازی نداشت که این کارا رو انجام میداد. رفته بود یه دیداری از ترکیه داشت، شروع کرده بود یه رفرمایی رو انجام دادن. اون رفرم ها هم در جامعه ما یه حالت کاریکاتور پیدا کرده بود و خود این شخص معتقد نبود. از اون ور میامد میگفتش که آقا اسلام آقای زمانی بخشید من ورود میکنم. البته اشتباه برداشت نشه، این دوستانی که این نظر رو دارن نمیگن که اونا میان برای ما شرایط بهتر میکنن. منظورشون این هستش که چون میخوام برگردیم به موضوع الان. نه اجازه بدید من نظر این دوستان این هست. البته چیزی که من باشون قبلا صحبت کردم با افرادی که این افکار دارن اینه که الان این شرایط هست که باعث شده که این دولت استبدادی یا دولت رژیم ایران که الان به هر حال تو این چند سال لااقل خیلی بیشتر از زمانهای قبل جوان‌ها رو کشته کور کرده و حتی الان که در این شرایط هستش هم داره اعدام میکنه، حمله نتانیاهو باعث شده که این رژیم ضعیف‌تر بشه و اگر ما بخوایم این زمان دنبال منتظر شرایط و زمانی بودیم که این رژیم ضعیف‌تر بشه و ما بتونیم بهش حمله کنیم یا برش غلبه کنیم، اون نتانیاهو یا اون دشمن خارجی این شرایط رو برای ما مهیا کرده و ما میتونیم از این شرایط استفاده به نفع خودمون بکنیم، نه اینکه اون اومده برای ما شرایط عوض بکنه. منظورش این هستش که شرایط مهیا میشه که ما بتونیم بر این استبدادی که سال‌ها در روی گریبان ما رو گرفته و ما توان مقابله با اون رو نداشتیم، با ضعیف شدنش ما بتونیم این مرکب رو سوار بشیم و بتونیم شرایط رو به نفع خودمون تموم کنیم. الان در این شرایط منظورشون این هستش. بفرمایید. ببینید من متوجه هستم، من این مقدمه رو بگم بعد سر این مطلب میرسیم. من باز برمیگردم به حرف آقای قاسم برگشت گفت راجع به 57 و آقای بابک آقای قلنداقی هم اشاره کردن. ببینید ما کوتاه کنم بحث را، وارد سال 57 که شدیم ملتی بودیم گیج و گنگ، نه یک حزبی داشتیم، نمیدونستیم یه اتحادیه چیه، نمیدونستیم یه انجمن چیه.
نمیدونستیم دولت چیه، در عمرمون ما ندیده بودیم پدرمون مادرمون بره در انتخاباتی شرکت کنه، مجلسی بود مسخره، همه چیزش از نوع کاریکاتوری بود که یک دفعه انقلاب شد. بعد ما نرفتیم دنبال یک ایدئولوژی یا دنبال یک حزبی، یک تشکیلاتی که سر و ته حرفش مشخص باشه. دور آخوند جمع شدیم. اگر از من میپرسیدن چرا رفتی دور خمینی، میگفت آدم خوبیه دیگه. از بیچاره ببین چقدر حرفای خوب میزنه. چی میزنه؟ از من میپرسن حرفای آقا این داره میگه که انجمن‌های ایالتی و ویالتی رو بهش چیز داره، اعتراض داره. خب اون چیه؟ نمیدونستیم. خمینی مشکل حرفایش، اعتراضاتش در چه مورد نمیدونستیم. فقط میدونستیم چون مخالف شاهه، پس هر کی مخالف شاه شد آدم خوب میشد. این گونه برخورد چون ما در یک جامعه که نه مطالعه‌ای بود، نه روزنامه‌ای بود، نه مجله‌ای، نه کتابی، مردم گیج و گنگ نگه داشته بودن. بعد میگن چرا اینا رفتن دنبال خمینی؟ ما هم دنبال خمینی هم نرفتیم. باز برای ما این شخص آوردن. الانم جناب این آقای احسان صحبت می‌فرمایند، میگن که آقا از این موقعیت استفاده کنیم. ما هم داریم میگیم بله. ولی من از شما میپرسم آیا آقای نتانیاهو به قول علما نظرش خیره؟ یعنی نظر ایشون اینه که با مشکل داره با آخوندها، بیاد ما رو نجات بده در این بغل؟ آیا ایشون که در سال 300 میلیون دلار خرج تلویزیون اینترنشنال میکنن به علت اینکه نگرانن که ما آزاد نیستیم، و یا اینکه اون اخباری میخوان به گوش ما برسه که اونها میخوان؟ اینهایی که شازده را شال و کلاه کردن میخوان استبداد امروز را با یه استبداد عقب افتاده دیگری جایگزین کنن. تو تلویزیون ایران اینترنشنال 24 ساعت به طرق مختلف اسم این یارو پسرک عقب افتاده رو میارن، شاهزاده رضا پهلوی در سخناتی فرمودن فلان، تبلیغ استبداد میکنن. آیا ایشون نظر خوش دارن، نظر خیر دارن در مردم ایران؟ اگر این داشتن، ایشون راجع به این مسائل صحبت میکنه که اصلا ربطی نداره جنگ جهانی. بله، اولا مردم آلمان را دنبال آزادی نبودن که از هیتلر بخوان کسی آزادشون کنه از جور هیتلر. اون مردم فرانسه بودن که اون حکومت ویشی را آورده بود دولت آلمان روی کار، و دوگل اینا رفته بودن در انگلیس تشکیل دولت در تبعید داده بودن، سیستم داشتن، تجهیزات داشتن، تشکیلات داشتن. بعد که آمریکایی‌ها وارد شدن و فرانسه را اشغال کردن، اینا هم دولت رو بردن نشوندن. نه اینکه ما در خارج چه تشکیلاتی داریم، هیچ. بعد یه پسرک عقب افتاده رو اینا علم کردن که باز بیایم ما مجددا بساط استبداد تو مملکت بخوام دفاع کنن. این مشکل ماست که مثلا شما مقایسه کردن جنگ جهانی دوم و نمیدونم دولت‌ها نخیر، ما جریانمون فرق میکنه. ما اینها سال‌هاست عادت کردن برای ما. آقای زمانی، آقای عطی نوشتن که سوال من این بود بعد از اینکه وجود کشور اسرائیل توسط مصر به رسمیت شناخته شد، چند جنگ تا به امروز بین اسرائیل و مصر اتفاق افتاده؟ 30 جنگ. میشه بگید موقعی که آقای اجازه بده جناب، زمانی که مسمومش کردن، ناصر را کشتنش، بعدش سادات را که آوردن، اون جریان کمپ دیوید که برگزار شد و اون صلح برقرار شد، جنگی بین اینها نبود، ولی اینها در حالت جنگی بودن همیشه. منتها بستگی داشت که اون حاکم کی باشه. اگر حاکم طرفدار آمریکا بود خفه می‌کرده بودن اونجا رو، ولی با لیبی درگیری داشتن، با اسد درگیری داشتن، با اردن درگیری داشتن. بله، دونه دونه اینها را با زور تونستن به سر عقب برسونن، با جنایت‌های زیاد تونستن عقب بنشونن. شما جنایت‌های اینها را در صبرا و شتیلا تکذیب می‌کنید، بلایی که اینا سر فلسطینیان آوردن تکذیب می‌کنید، قبول نکردن دو دولت را شما تکذیب می‌کنید. در نروژ مگه قرار نشد دو دولت تشکیل بشن؟ کی سنگ انداخت؟ همین آقای نتانیاهو. اینا اصلا نمیخوان بدن، میگن آقا اونجا مال ماست. الان شما برو این کابینه‌شو ببین، بعضی اینا میگن اصلا این قسمتی هم که الان قسمت ساحل غربی رو که دادید دست اینا، اصلا اینا باید بریزیم ما بیرون، نام مال ماست. اینا یه همچین تفکرات داعشی و طالبانی اینا دارن. شما دارید راجع به اینا صحبت می‌کنید. اون گردانندگانش قبلیاش صهیونیست‌ها بودن، الان شدن مذهبیای بسیار ارتدوکس و نفوذ اونها باعث شده که اصلا قتل و غارتی هم که میکنن دنیا هم که وایساده نظاره میکنه، کسی هم با اینا صحبتی نداره، چون همه دنیا به نفع برای اینا کار میکنه، چون لابی‌های خیلی قوی هم تو آمریکا دارن. این کشور هیچ توجیهی نداره. شما میخواید بفهمید بله الان که با مصر درست شد، خب با کشورهای دیگه چه مشکلی داره؟ مشکلش با سوریه سر چیه؟ بلندی‌های جولانه چرا نمیده؟ سرهای سینا هم اون قسمت چیه؟ البته اینا به نظر میاد که با مصر هم دعوا نمیکنه دیگه، چیزی از مصر نمونده که دعوا بکنه. دعوا دیگه سر چی بکنه که می‌خواست گرفتنشون دیگه. حالا قضا ببینید همین الان زدن لبنان برای چیه؟ زدن غزه برای چیه؟ در ساحل لبنان نزدیک، یعنی مشترک بین لبنان و اسرائیل، یک منبع عظیم گازی کشف شده. اینها میخوان اونجا رو بردارن. حزب الله اون زمان دولت لبنان که وجود نداشت، قدرتی نداشت، حزب الله بعد اعلام کرد که اگر شما شروع به بهره برداری کنید اونجا بخواید چیزی رو بندازید ما میزنیم با موشک. اینها برای اینکه اون رو به دست بگیرن، اون منبعی هم که نزدیک غزه است که متعلق به فلسطینی‌ها میتونه باشه، اون رو هم الان به دست گرفتن به طور کامل. دعوای اینها سر زدن و بستن فلسطینی‌ها و نابود کردن کل غزه رو میگن انتقالشون بدن، به خاطر اون گازی است که در اونجاست، به خاطر اون گازی است که نزدیک لبنان کردن بمب 2 تنی میاد وسط شهر چند میلیونی میندازن. این طبق کدوم قانون بین المللی قابل قبوله که شما میگی من دنبال تروریستم بریم وسط شهر چند میلیونی بمب 2 تنی بندازی؟ کارهای اینا توجیه نداره، اینا دنبال منافع هستن و میگم این گروهی هم که از سوء استفاده میکنن از این جریانات مذهبی و دست راستی که الان در دولت نتانیاهو هستن، اونها هم از جهت دیگه‌ای دارن
کار خودشون رو پیش میبرن. آقای زمانی، آقای احسان، من الان به شما زمان میدم صحبت کنید. آقای اس اچ ام سوالی داشتین یا صحبتی داشتین بفرمایید. سلام میکنم من به این اتاق. همه دارین صدای منو؟ بله صداتون هست، بفرمایید. والا من حالا اولین بار تو این گروه میشنوم. این ظاهرا دوستان از سابقون کشورمون هستن که مبارزه میکردن، درسته؟ بفرمایید شما سوالی داشتید اگه یا صحبت می‌خواید بکنید تفتیش حقایق نکنید، بفرمایید صحبت کنید، فرق نمی‌کنه. ببین این صحبت‌هایی که من میشنوم متأسفانه با جامعه، حالا من تازه تو جامعه ایران هستم دیگه، هنوز اصلا خیلی از فاصله داره با جامعه ایران. جامعه ایران اینا میگن الان شما ببین ما در طول تاریخمون، حالا بعد از ورود عرب به ایران، شکست ساسانیان، ما دیگه حکومت متمرکزی نداشتیم تا اومد یک کشور اون آقا محمد خان قاجار با زور شمشیر رو کشتن، یک کشور چارچوب درست کرد. بعدن یک کسی ما داشتیم رضا خان، برای منی که مثلا حالا فرض کن دهه مثلا فرض کن 60 دنیا اومدیم. اون چیزی که الان تو جامعه ایران هست، اول که جمهوری اسلامی هیچ گونه نفراتی رو که بذاره دور هم جمع بشن، تفکری ایجاد بشه، اصلا اجازه بهشون نمیده، حتی مذهبیات. بعدن اون کسی که اومد توی از سال 1304 تا 16 سال فکر کنم رضا خان بوده، تمام نهادهایی که ما داریم بیسش از همونجاست. جامعه ایران نسل جدید واقعا تفکرش نیست این چیزی که اینا میگن. یه دیدگاه مثبتی، حالا من الان به کاری به پسر پهلوی ندارم، ولی یه دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به رضا شاه هست. اگر این آقایون واقعا فکر میکنن که اون زمان اومدن کار درستی کردن، من نمیدونم چه شرایطی بودن، ولی جامعه ایران داشت رشد میکرد. به هر حال پهلوی دوم آقای اسم تبلیغ پهلوی نکن. اگر در مورد تایتل صحبتی دارید بفرمایید. ما در مورد پهلوی خانم شما میخواید واقعیت رو بشنوین یا اون چیزی که دوست دارید؟ نه در مورد دوره پهلوی نمیخوایم بشنویم ما الان، چون اینجوری بحث ما به حاشیه میره. من دوست دارم الان در مورد اسرائیل، جنگ اسرائیل با ایران و عللش صحبت کنیم. اگه شما میخواید من میخواستم برسم به همون جا که ایشون مثلا الان میگن آقا دوباره دارن نمیدونم نتانیاهو رو میکوبن، اون وقت رضا شاه رو میکوبیدن، الان فلانی رو میکوبن. ما چیکار لبنان داریم؟ ما اصلا چیکارمون به لبنان؟ ما گرفتار یه حکومتی شدیم که کوچکترین اجازه تفکر نمیده، اجازه فعالیت نمیده، تمام ثروت ما رو داره میبره اینور خرج میکنه، اصلا ما رو ملت نمیدونه، ما رو امت میدونه. گرفتار همچین شرایطی هستیم. ما در این شرایط هر کسی که کمک بکنه از زیر یوغ این سیستم بیان بیرون، بعدن جامعه ایران میتونه خودشو پیدا بکنه. من اون قسمتی که ایشون فرمودن که آره داشت تشکل‌ها شکل میگرفت و مشروطه اومده اینجاش عالی بود، ولی الان ببین شرایط ایران جوری نیست که واقعا شما هر روزی که سیستم جمهوری اسلامی میمونه شاید هزینه‌اش بیشتر از 1 سال جنگ برای ایران. تمام زیرساخت‌ها از بین رفته. ما هر چی تجهیزات داریم ما در این 40 سال بازسازی نشده متاسفانه. جامعه از تنها دستاوردی که ما داشتیم جامعه ایران به نظر من حالا یه دهه‌ایش هستی اینه که ما الان تونسته جامعه ما از خرافات کنده بشه، از خرافات مذهبی یا حالا کمونیستی، هر کدومش رو بخوایم فرض بکنیم. الان به نظرم اون چیزی که مهمه هر کسی که بیاد کمک بکنه به جامعه ایران رها بشه از این استبداد. اون وقت میان نفرات، گروه‌ها، هر کسی میشینن به یه اجماعی میرسن، یه نفر تعریف میکنن، به هر حال هر کسی رو یه قانون اساسی میارن که قانون اساسی بر اساس دموکراسی، هر کسی که بتونه. الان هم به نظرم این قضیه مثبته. اگر هر کسی که بیاد نجات بده این ملت از این وضعیت، بالاخره راه خودشو پیدا میکنه. خیلی‌ها فقط دائم شعار آقا فلانی بده، فلانی خوبه، فلانی بده، فلانی خوبه. آقا همه هیچ کس هم یه راهی نداره که چجوری خلاص بشیم از این وضعیت. من میخوام ببینم اینا چه راهشونه برای خلاص شدن از این وضعیت. آقا ما بودیم، من خودم توی تظاهرات رفتم. آقا با گلوله مستقیم میزنه دیگه. نبودیم شما که. وقتی که اینجوریه شما راه حلی که آقا یه کسی اومده مثلا میگم آقای سردار سپاه اومد زده هواپیما هموطنای ما رو کشته. خب معلومه مردم خوشحالن که یه کسی بیاد اونو بزنه بکشه دیگه. 80% مردم خوشحالن. حالا تو هر چیزی دلت بخواد کسی با کشته شدن باقری و نمیدونم سردار فلانی ناراحت نیست. بقیه دوستانم که اینجا هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و کارنامه کاریشون هم مشخص هست. اگه شما برای اول بارتون هستش دارین صحبت‌های این دوستان رو میشنوید، این دوستان هم در جمهوری اسلامی هم در دوره پهلوی در زندان بودن و تاوانش هم دادن و دارن میدن. الان هم دارن. شما شاید حتی 1/10 اشخاصی که الان دارن اینجا صحبت میکنن نه فعالیت کردید نه تاوان دارید. پس نمیتونید بگید شما نمیدونید، شاید کردیم، شما اطلاع ندارید، شما جامعه ایران نمیشناسید، نمیدونید. من دارم در مورد افرادی که اینجا هستن و شما دارید قضاوت میکنید صحبت میکنم. شما دارید میگید این افراد قضاوت نمیکنم. نگاه کن یه لحظه خواهشاً به عرض بنده گوش. من نتیجه رو دارم میبینم. بذار صحبتم تموم بشه. ببین شما دارید قضاوت میکنید. شما دارید میگید این نشستید اینجا از جامعه ایران خبر ندارید. اصلا نمیشه به شما افرادی که نمیشناسید در موردشون قضاوت کنید. یک دوم اینکه شما از کجا میدونید که اینا در مورد جامعه ایران چیزی نمیدونن؟ شما فقط میدونید. از کجا میدونید که اینا تاوان ندادن؟ فقط شما رفتید جلوی گلوله. همین افرادی هم که اینجا نشستن دارن صحبت میکنن هر کس در حد ظرفیت خودش تاوانش رو داده، مبارزش هم کرده. اینو مطمئن باشید. برای اینکه اگر شما برنامه مخاص نمیدونید، اینا هم خودشون میدونن، هم ما میدونیم که لااقل در این دوره‌ای که آخوند بوده اینا همون که آخوندن به تنشون والیده شده و تاوانش رو دادن و جامعه ایران هم خیلی خوب میشناسن. اگر دارن الان نظر میدن به خاطر اینکه اتفاقا واقع‌بین هستن دارن نظر میدن، برای اینکه آدمایی هستن که یک دوره دیدن که هیچ حکومت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ بیگانه، هیچ اجنبی خوبی برای یک کشوری نمیخواد. برای اینکه نه تنها در مورد کشور خودمون من همینجا میتونم نظرم بگم یا نه؟
تموم شد شما میتونید صحبت کنید. اگر نه تنها در مورد تجربیات خودشون در داخل کشور که این اتفاق افتاده دارن نظرشون میگن، همینطور که آقای قهرمانی گفتش که تجربیاتشون هستش، در مورد تاریخ و تجربیاتی که در بقیه کشورها و در بقیه جغرافیای دنیا اتفاق افتاده هم مطالعهشو دارن، هم اطلاعاتشو دارن، هم آگاهیشو دارن صحبت میکنن. شما پس نمیتونید بگید که اینا نمیدونن، فقط حرف میزنن، من در ایران هستم اطلاع دارم. اینا هم آگاهی دارن و دارن صحبت میکنن. و الان فکر نکنید که اگه دارن میگن که نیروی خارجی نمیتونه در ایران کار بکنه منظورشون اینه که خامنه‌ای بمونه. اتفاقا اینا بیشتر از شما به خونه خامنه‌ای تشنه هستن و دوست دارن اگه قرار هست یک نفر در اون مملکت برای اولین شخصی که همین الان کشته بشه خود خامنه‌ای هست. همه اینا فکر میکنن اتفاق نظر دارن، افرادی که تو اتاق نشستن تا اونجا که من در موردشون اطلاع دارم این نظر رو دارم. مثلا اگه نشناخته در مورد آدم‌ها قضاوت نکن، حالا میتونی صحبت کنی. نه من قضاوتی نکردم خانم، من نتایجو دارم میگم. ببینید من میگم اگر اینا مبارزه کردن دستشون درد نکنه، ولی اومدن رژیم محمد رضا پهلوی که شاید تنها آزادی که ما نداشتیم آزادی سیاسی بود، اونو دنبال اون بودن، تمام آزادی‌های دیگه هم دادن رفت. حالا من شخصا نمیگم، هر کسی که اون وقت ادعای روشنفکری کرده که مملکت رو انداخت توی این چاهی که در نیومده، شاید همون پهلوی ادامه میداد، به هر حال داشتن مدارس دانشگاه‌ها رشد می‌کردن، جامعه بلوغ پیدا می‌کرد، اینا نذاشتن بلوغ پیدا بکنه. آقای اسلامی ندوشن، شما با پادشاهی موافق هستید؟ سیستم پادشاهی؟ من اصلا نیستم، من فقط دموکرات. من الان شما چی الان چه کنیم ما؟ من الان خدمتتون میگم، الان اگه اجازه بدین خدمتتون میگم. شما میگید که از یه تهاجم خارجی هیچ وقت دموکراسی بیرون نمیاد. من میگم چرا اومده در آلمان، اومده هیتلر رو اومدن دنیا گذاشتن کنار، پشتش جامعه ایران. در ژاپن آقای مکارتور بود فکر کنم، اومد براشون چارچوبی نوشت، ژاپن شد، ژاپن امروز داشت اشتباه میرفت. نمیخوام که به هر حال بگم الان ما هم همون مسیر رو میریم. میخوام بگم که نگاه کن، جامعه ایران گرفتار شده، گرفتار یه واقعا شرایطی شده که هر چی که میره اونا دارن به قولن میگن تنها جامعه‌ای که وقتی گذشتهشو نگاه میکنی آینده رو میبینی. این جامعه به این روز افتاده. هر کسی که امروز بیاد، ما که دنبال نه پادشاه هستیم یه چیزی، ما دنبال این هستیم هر کسی امروز یه اجماعی بشه، از این وضع خلاص بشیم، هر کسی بیاد حزب تشکیل بشه. آقا بعدن هر چی مردم تصمیم گرفتن همون. یه کسی که امروز اجماع شما باید شاهزاده رضا پهلوی باشه یا نه؟ جان اون اجماعی که شما میگید بشه، محوریت این اجماع با کی باید باشه؟ نگاه ما نمیتونیم بدون محوریت این کارو بکنیم. حالا شاهزاده رضا پهلوی نیستن. الان مثال برای شما میزنم، خانم نرگس محمدی تو زندان هم هست، تو ایران هم هست. میدونم یک نفری از زنا باشه بهتره. من اصلا ایده‌ام اینه که زنا باشن. ببین زنا آدمایی ان که بهتر جامعه رو اداره میکنن. شما اگر ما اجماع نکنیم نمیتونیم هی همدیگه رو بکوبیم، فایده نداره. ببین پدر جان، شما زمانی که از حکومت پادشاهی رضاخان و محمد رضا را بدون عیب میدونید و اونها را عامل این نمیبینید که ما به این بدبختی امروز رسیدیم. اونها اگر سرکوب می‌کردن روشنفکران آقای ندوشن، شما که تو ببند، آقای زمانی صحبتش تموم شد، شما صحبت ما که تو ببند لطفا. آقای زمانی اومد تو صحبت من نذاشت. شما ببین عامل 57 کی بود؟ کی به قدرت رسوند آخوند را؟ آیا شما این را موافق هستید که دول غربی هم علاقمند بودن خمینی بیاد و شاه هم موافقت کرد و رفت؟ یعنی حکومتی بود داشت که خودش کاری نبود، به سفیر آمریکا میگه من کی برم؟ چشم، چه موقع میگید برم؟ شما یه همچین حکومتی را حکومت مدرن نمیدونید برای ایران؟ بعد آیا گیریم که اصلا شاه و رضاخان بسیار عالی که من نمیتونید شما یک کار مثبت اینا رو به من بگید، یک دونه بگید این کار انجام دادن، جزئی که بگید قطار کشیدن و از این حرفایی که عوامانه صحبت میشه. نمیتونید شما یک کار مثبت محمد رضا خان را در طی 37 سال و پدرش را در 16 سال و 4 سالم 2 سال سردار سپاه و 2 سال نخست وزیر بود و من ارائه بدید. اینها بودن که با عقب نگه داشتن مردم، با سرکوب مردم، با به پا کردن ساواک. و چرا آخوند الان تو سر مردم میزنه؟ شما با این مخالفی؟ همین کارم اون زمان ساواک انجام میداد. شما ساواک اگر انتقاد میکردید میگفتی آقا چرا دارید شما فلان اسلحه رو میخرید؟ چرا دارید شما میگفتن آقا شاه بهتر میفهمه؟ شما اعتقاد دارید یک نفر باید بشینه اون بالا، خب الان خامنه‌ای هست دیگه، مغز اونم به اندازه همه کار میکنه. شاه اگر نظرش اینه که باید مثلا 40% بودجه مملکت بدیم اسلحه، مشکلی نیست، اعلیحضرت میفهمه. ما ولی مخالف اون، ما مخالف حکومت فردی و حکومت استبدادی هستیم. ما میگیم مردم محجور نیستن، مخصوصا حکومت مذهبی دار. شاه یادم خر مذهبی بود ایشون، 24 ساعت امام رضا میرفت. کدوم آدم مدرنی دیدید شما تا قرن 20 و 21 بلند شه جلوی مرده وایسه سالی 2 بار بره تعظیم کنه خدمت اون، بعد لنگ ببنده کمرش بره مکه بچرخه؟ اونی که ما میجنگیدیم باش خرافات بود، ایشون ترویج میکرد که تو قرآن آیا مهری چاپ میکرد، به علما حقوق میداد. این آمدن دولت مدرن تشکیل دادن. یه آدم خرافی بود که پول زیادی هم دستش افتاده بود، اسباب دست اروپایی و آمریکا هم شده. این رو ما بخوایم حکومت آقای خامنه ای را ببریم، بعد بیایم به دور شازده جمع بشیم، یا کسی که آقای نتانیاهو برای ما تشخیص میده. آقای نتانیاهو که به فکر آزادی من و شما نیست. آقای نتانیاهو میگه یه گوساله بیاریم رو کار، مثل شاه، مثل پدرش رضا شاه. روزی هم که دوست نداشتیم به سلامت، شما کشور بودیشون درست کرده بود، یک ربع نجنگید باباش، 5 دقیقه چیز نکرد. سازمان اطلاعات درست کرده بود، همه رئیس سازمان ضد اطلاعاتش انگلیسی بود، آقای ریاضی و نخجوان. بعد همین آقایون را که مشخص شد اینا جامعه چیز ارتش منحل کردن، خیانت کردن، پسرش اینا کرد وزیر. چرا؟ چون
از بالا بهش دستور میدادن. ما میگیم آقا یه حکومتی باشه که ما خودمون باشیم، نه اینکه از بالا به ما دستور بدن. شازده الان کسی بیارنش بنشوننش به قدرت، حالا میگن این دوران گذار، اولا ما از این آدم بهتر نداریم، ولی درخواست دادن از این شخص. ما به قدرت نشوندیم، همونجور که باباشا کودتای 28 مرداد که نشوندن، به قدرت نشوندنشون گفتن حالا نشستی بشی مبارکت باشه، بیاریش جلو قرارداد ببندید باش. قرارداد 25 ساله کنسسیون بستن یا نبستن؟ آیا این خیانت نبود؟ 25 سال نفت مملکت بدی یه گروهی ببرن برای اینکه تو رو در قدرت نگهت دارن. و شما از اینا به نیکی یاد میکنی؟ اگر اینا رو شما نیک میدونید دیگه ما بحثی با هم دیگه نداریم. بزرگترین خیانتی که کردیشون، هی میگید شما دست تشکیلاتی که درست کرد. چه تشکیلاتی اون درست کرده بود؟ کدوم زیر ساختی رو درست کرد؟ البته آقای زمانی اینم فراموش نکنیم که همین آدمایی که الان دارن از دوره پهلوی با این شدت و حدت حمایت میکنن، اگر حکومت یک دولت خارجی، یک نیروی خارجی الان آخوند بندازه و کسی کثیف‌تر و بی‌شرف‌تر از این سر کار بذاره، فردا همینا که میان میشن میگن اون دوره بلبل بود، حتما دیگه دوره انقلاب مهسا اشتباه بود، نمیدونم مردم نباید وارد فلان جنبش میشدن، وارد فلان جنگ نباید میشدن و دوباره این دوره تسلسل میچرخه. این که دوره خامنه‌ای دوره بلبل بود، همونطوری که الان این تصویر از دوره پهلوی ساختن و این واقعا به نظر من خطرناکترین تفکری هست که ما الان در مورد چیزی که نه مطالعه کردیم نه اطلاعات داشتیم و اینو نمیدونیم که تاریخ در یک شب اتفاق نمیفته، نه آخوند یک شب قدرت گرفته، نه نیروهای سرکوبگر یک شب سرکوبگر شدن. نیروهای سرکوبگر امروز آموزش نیروهای ساواک دیروز هستن، ولی ما اینا رو متاسفانه فراموش میکنیم و میگیم که 57 اشتباه کردن، انقلاب کردن. ما که آزادی، فقط آزادی سیاسی نداشتیم، چرا ما آزادی مطبوعات داشتیم، ما سانسور مطبوعات روزنامه نداشتیم، ما فعالیت‌های اصلا بشردوستانه حتی ممنوع بود. این چه آزادی فقط سیاسیه که حتی شما کلمه رضا رو نمیتونید توی روزنامه چاپ کنی؟ این آزادی فقط سیاسی بود، نداشتیم. ما هیچ آزادی نداشتیم. وقتی قرار بود کتاب‌های ما، نویسنده‌های ما از ترس شکسته شدن قلمشون باید داشتن کتابشون رو بردن توی یک کشور دیگه چاپ می‌کردن، فقط آزادی سیاسی بود. شما آزادی رو فقط در فکر می‌کنم شهر نو می‌بینید، چون جزئی ما هیچ تفاوتی بین آخوند و دوره پهلوی نداشتیم و نداریم. آزادی در کدوم قسمت؟ اگه شما در مورد ساخت و ساز دارید صحبت می‌کنید، آخوند با این همه خونریزی و جنایتش ساخت و ساز کرده. اگه شما در مورد کارخونه حرف می‌زنید، اگه در مورد برج و پل و ساختمان‌های چند طبقه حرف می‌زنید، الان هم در موقع یه اتوبان داشتیم، الان 3000 اتوبان در کشور کشیده شده. پس اینا نشونگر آزادی‌های سیاسی غیر سیاسی در جامعه نیست. نه آزادی فرهنگی داشتیم، حیف و مل کردن ثروت مملکت با اون جشن‌های 2500 ساله‌شون و سهیم بودن تک تک خانواده پهلوی در تمام سرمایه‌گذاری‌ها و تمام کارخونه‌ها و تمام بانک‌ها، اینا آزادی‌های غیر سیاسی بودن. به نظر شما ما داشتیم؟ یعنی واقعا آدم تعجب می‌کنه. شما که دهه 60 هستین، به نظرم یه مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کنید و ببینید همین آخوندی که امروز سوار مردم شده در چه دوره‌ای تونسته قدرت بگیره که وقتی انقلاب 57 اتفاق افتاد اینقدر مردم از دست اون جنایت رو آوردن به مسجدها، به حسینیه‌ها، به تکیه‌ها، پای منبر آخوند خرافاتی نشستن برای اینکه به قول خود همین سلطنت طلب‌ها یا محمد رضا دوست‌ها یا رضا شاه دوستا، افرادی بودن که به قول خودتون برای آب برق مجانی نشستن پای صحبت آخوند. آب برق مجانی برای جامعه هستش که فقر توش حاکم هست، وگرنه کسی که توی رفاه زندگی بکنه وقتی که بهش بگه آب برق مجانی براتون میدن، یه احمقی اگه پیدا بشه بگه براتون فردا آب برق مجانی میدن، میگه از کجا؟ مگه مال باباته که بخوای آب برق مجانی یک بدی، دو اینکه مگه آب برق چه قیمتیه که تو بخوای؟ ما الانش هم داریم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ مردم به قول خودتون قول آب برق مجانی رو خوردن، چون اینقدر اختلاف طبقاتی، اینقدر قلمک نشینی، اینقدر فقر تو جامعه زیاد شده بود که مردم فریب آب برق مجانی رو خوردن. پس ما نمیتونیم بیان بگیم که اون دوره خیلی خوب بود، 57 یا اشتباه کردن. هیچ مبارزه‌ای در علیه استبداد اشتباه نیست، چه در زمان حال باشه چه 50 سال پیش باشه. فکر کنم آقای شادی، آقای خانم شادی خیلی وقت منتظر هستن، اگه صحبت کنم باز میریم بقیه صحبت دوستان بشنویم. شما جوابتون اجازه بدید. این شادی صحبت کنه، شما حتما جوابتون نگه دارین، الان بعدیشون شما صحبت کنم. سلام میکنم، خسته نباشید، مرسی که به من وقت دادید. من یه سوال فقط برام پیش اومده از آقای رفتن، آقای طهماسب بود اسمشون. شما سوالتون رو بپرسید، آقای طهماسب تشریف میارن. بفرمایید. آقای طهماسب. بله، من سوالم از ایشون اینه که خیلی البته ممنونم از ایشون، خب به هر حال یه سری تجربیاتی که ارزنده است و من شخصا همیشه استفاده میکنم از تجربیات افرادی به هر حال توی اون دوره بودن و تجربیاتشون با ما در میون میذارن. اما در رابطه با اسرائیل که صحبت کردن که خب حالا هر کسی که یه مقداری به هر حال از در جریان اخبار دنیا باشه میفهمه که اسرائیل چه جنایتایی کرده و همین امروز هم چقدر داره جنایت میکنه توی منطقه. اما نکته‌ای که من میخوام، یعنی سوالی که برای من پیش میاد و شاید من دیر رسیدم، همین صحبت شما رو نشیندم. سوال من اینه که خب ما الان راه ما چیه؟ چه راهی جلوی پای ماه؟ ما میدونیم که اسرائیل جنایتکاره و به کشور ما حمله کرده. از طرف دیگه هم ما میدونیم که یه حکومت جنایتکاریه که نزدیک به نیم قرنه داره توی مملکت ما جنایت میکنه. و من به شخصه هیچ وقت شخصا حمایت نمی‌کنم از پاسدار و آخوندی که توی جمهوری اسلامی جنایت کرده و اگر همین فردا جنگ تموم بشه دوباره باتون میگیره دستش و میاد میزنه توی سر ما. بنابراین وقتی که پای صحبت، چون مثلا با دوستای دیگه خودم هم که صحبت میکنم، بعضیاشون طرز تفکرشون اینه که الان فقط اسرائیل رو محکوم میکنن.
یعنی میگن که جمهوری اسلامی، یعنی تا به اینجا رسیدن که میگن جمهوری اسلامی حق داره انرژی صلح‌آمیز اتمی داشته باشه. که بعد من سوالی که برام پیش میاد اینه که اولا شما از کجا میدونید که انرژی جمهوری اسلامی با اهداف صلح‌آمیزه؟ مگر جمهوری اسلامی از اولین روزی که به قدرت رسیده بنای دشمنی با کل جهان غرب رو نذاشته؟ چجوریه که فکر میکنید دنبال انرژی صلح‌آمیز اتمیه؟ و دوما این چه صلحیه که مردم رو مجبور میکنه به جنگ تن در بدن؟ یعنی جمهوری اسلامی کجا رفراندوم کرده و نظر مردم رو خواسته که مردم رأی بدن آزادانه و بگن بله ما انرژی هسته‌ای می‌خوایم، حتی به قیمت جنگ، حتی به قیمت رو در رو شدن با بزرگترین قدرت‌های جهانی. کلامتون یه خبری بهتون بدم، آقای حسین طاهرم که خیلی از مردم رو کشته بود ترور شد. ممنون. میتونیم بگیم بیش بادا کم نباد. بفهمید خانم. و می‌خواستم بگم که می‌خواستم بگم که جمهوری اسلامی به جایی که بیاد از یه رفراندوم آزادی برآورده نکرده این کارو، که از مردم رضاخواهی نکرده ببینی که مردم آیا می‌خوان این بها رو بپردازن یا نه، یا اینکه مردم رفاه می‌خوان، برابری می‌خوان، آزادی می‌خوان و می‌خوان یه زندگی معمولی داشته باشن. برای همین می‌خوام سوال من دقیقاً اینه که چرا جلوی پای مردم می‌ذارن کسانی که فقط اسرائیل رو محکوم می‌کنن و میگن که حالا من نمی‌دونم دقیقاً نظر شما این بود یا نه، میگم چون از نصفه صحبتاتون رسیدم و میگن که نه جمهوری اسلامی حق داره که چیز داشته باشه، انرژی اتمی داشته باشه فلان. می‌خوام چرا جلوی پای مردم می‌ذارین شما؟ آیا ما بریم پشت جمهوری اسلامی وایسیم که چون اسرائیل جنایتکاره، یا یه چه کار باید بکنیم، یا اینکه یه راه سومی وجود داره که اون راه سوم اینه که علیه هر دوی این متجاوزا مردم با هم دیگه همدلی بکنن، این دوره رو پشت سر بذارن؟ این نمیدونم یه راه دیگه‌ای که ممکنه که وجود داشته باشه. مرسی. من میتونم جواب بدم خانم قرضاوی؟ بله بفرمایید. سوال از شما بفرمایید. میگم هی نوبت من گرفتی یا خانم؟ بعدش تاج تورس بود، بعد شما زدید، بعد خانم مدام شما جوابمون بدید. ایشون سوال دارم بچه‌ها، شما مایکتون اصلا نمی‌بندید، مایک شما مزاحمت ایجاد می‌کنه، مثلا ما نصف صدا رو به خاطر مایک باز شما نمی‌شنویم. ببینید خانم شادی، این که غنی سازی و حق ماست و حق ما نیست و اینا یه داستان‌هایی است که این آخوندها رو انداختن. نظرشون هم از اول مسئله این نبود که نیروگاه اتمی درست کنن به خاطر استفاده صلح‌آمیز. از اولش هم برنامه‌شون، نقشه‌شون این بود که به یک بمب اتمی دسترسی پیدا کنن که در این معادله به سیاسی امروز دنیا دست بالایی داشته باشن در خاورمیانه. همین مسئله‌ای بود که ذوالفقار علی بوتو گفت مردم پاکستان علف بخورن قابل قبوله برای ما تا فقط ما بتونیم به اتم دسترسی پیدا کنیم. یعنی جامعه جهانی مدلی است که سلاح اتمی شده گارانتی برای موندنت. ما این زمان شاه هم انرژی اتمی رو انداخت، آقای علی اکبر اعتماد بود رئیسش، یه دستگاهی هم به دانشگاه تهران دادن، خود آمریکایی‌ها بهشون دادن. بعد زمانی هم که این چیز اتمی بوشهر رو می‌خواستن درست کنن، چندین شرکت آمریکایی و فرانسوی و آلمانی پیشنهاد دادن که آخرش شرکت زیمنس برنده این مسئله شد که بعد از جنگ شد تقریبا 80% تموم شده بود که رفت. بعد از گروگانگیری ترک کردن کارشناسانش، بعد ژاپنیا قرار شد ادامه بدن، 1-2 میلیارد دلار اونها بالا کشیدن، بعد به جای نرسید. این برنامه اونها از اول، یعنی از 46 سال پیش که آخوند به خود آمده، شروع کرد به این که هدفش این بود که این یه بمب اتمی رو در اختیار داشته باشه، گارانتی براش باشه، آمریکایی‌ها نتونن بزنن تو سرش، که همین الان دارن میزنن. یعنی این روزی که الان هست اینا پیش بینی می‌کردن با این کاراشون، چون با دنیا در افتادن دیگه. ما را وارد جنگ‌هایی کردن که اصلا جنگ ما نیست، ربطی به ما نداره. ولی چیه گستریشون دست درازی به عراق و به سوریه و نمیدونم گردن کلفتی کردن برای اسرائیل، اینا خود این پول و ثروتی را که میبایست در راه درست خرج کنن انداختن تو این برنامه. آمدن روسا، شما ببینید فقط چندین میلیارد روسا از اینا گرفتن سر همین مسئله بردگاه همین چیز بوشهر. الان هم که به چیز رسیده، به کار افتاده، آنچنان موثر نیست در سیستم به حساب الکتریسیته که تو ایران پخش میشه. و اگر ما یک دولت درستی داشتیم، این همین باز برمیگرده به اون حرف اول من که همیشه میگم، ما اگر در کشور ما یک حکومت مردمی بود که این حکومت دولتی داشت، اون دولت مجلسی بود و اون مجلس تصویب میکرد قراردادها را، ما هیچ وقت وارد این بازی ها نمیشدیم. این همه میلیاردها این پول‌هایی هم که در این راه خرج شده و خرج نمیکردیم. ولی چون در کشور ما یک آخوندی الان همه کار است و میاد نظر میده، میگه که ما صلاح ما اینه که ما اتم داشته باشیم، کسی هم ازش جرئت نمیکنه بپرسه آقا تو به کدام اجازه میلیاردها پول مملکت خرج داری میکنی. الان اینا به جایی رسیدن. ببینید مشکل ما با اسرائیل مربوط به امروز نیست. اسرائیل دولتی است که ساواک شاه را آموزش میداد. ساواک شاه چی بود؟ من و شمایی که اعتراض میکردیم، من و شمایی که یه مقاله تو روزنامه مینوشتیم، من و شمایی که می‌خواستیم یه کتاب بخونیم، ما میگرفتن تو سرمون میزدن که کسی جرئت نکنه اعتراض کنه به مستبد که آقا شما چرا یک تنه تصمیم گیری میکنی، شما چرا یک تنه شدی سرور مملکت. اون رو اینها حمایتش میکردن. خود ساواک که درست شد، آمریکایی‌ها پایه‌گذارش بودن. یه تلفیقی از FBI و CIA رو انداختن به عنوان ساواک که بعدها اینو سپردن به اسرائیلی‌ها. آموزش‌های بعدی، شکنجه‌گرها، بازجویی‌ها، اینا همه با اسرائیل بود.
چرا اسرائیل حمایت میکرد از یه سری که بیان مردم داخل ایران سرکوب کنن؟ چون میخواست در کنار قدرت‌های دیگه تو مملکت بچپن و ببرن. اینه که اسرائیل هیچ وقت نظر خیلی نداره. الانم که الان شما میبینید تلویزیون ایران اینترنشنال رو انداختن، تمام این ابر و باد و مه و خورشید جمع شده که این مملکت یه حکومت مردمی نداشته باشه. از این استبداد بره تو اون استبداد، از استبداد آخوند به شاه و آمد تو آخوند، از آخوند بره تو شاه، از این به اون. باید یک سیستم درست حسابی که مردم کاری باشن نداشته باشه. شاه روزی که داشت میرفت، اگر چند ماه قبلش، متاسفانه استبدادیون این گونه هستن که حاضر نیستن ترک قدرت کنن تا روزی که با پسگردنی بیرونشون نکنی، چون اینها مردمی نیستن، اصلا به فکر مملکت نیستن، چون براشون مهم نیست. مثلا اینا اون پولیه که میچاپن و میبرن و بردن. اگر طرف ذره‌ای علاقه‌مند به کشورش بود که نمیامد با کمک خارجی علیه دولت خودش کودتا کنه. بعدم که کودتا کرد فکرش این بود که آقا مملکت اونجوری اداره کنه که انگار خونه شخصیشه، اینجاش گل بکاره، این حیوان اینجا نگه داره، اون کارو اونجا انجام بده. ما میگیم این شخص اگر چند ماه جلوتر که فهمیده بود که اوضاعش ناجوره و دیگه نمیتونه بمونه، یک سیستمی را جایگزین خودش میکرد و نمیذاش سیستم از هم بپاشه. یعنی خود آقای بختیار را چند ماه جلوتر به قدرت میرسوند. شما تاریخ ایران رو بخونید، از زمان کندی به این فشار می آوردن، علی امینی را بهش فشار با زور بهش تحمیل کردن که آقا یه ذره باز کن. کندی به اینشون میگه آقا یه ذره پولت خرج مردم کن، نذار اینقدر فاصله طبقاتی زیاد باشه. اینها باعث شورش میشه در کشور. ایشون اسلحه می‌خرید، بعد بهش نمیفروختن، لب بر میچید که چرا به من نفروختن. خاطرات سفیرای آمریکا رو بخونید، میگه من دیدم شاه ناراحت از ما در ملاقاتی که باش داشتیم. با کندی تماس گرفتم، گفتم آقا اعلیحضرت ناراحته، میگه من لیست میدم به آقایون اسلحه، اینا لیست خط میزنن، بعد خیلی از دست شما ناراحته، بیاد شما برای اینکه از دلش درآید زنگ بهش بزنید، یکی دو تا سوال ازش بکنید، نظرش راجع به مسائل جهانی بپرسید، خوشش میاد. یعنی چی برخوردی هم با ماها داشتن. این شخص اگر میآمد به موقع کنار میکشید، دولت همون بختیار رو هم بهش چیز کامل میداد. این آمد بختیار رو به نخست وزیری قبول کرد، داشت میرفت به ارتش که آقایون از فردوس فرمان بگیرید. چرا؟ چون فردوس نماینده اینتلیجنس سرویس بود در ایران، فردوس نماینده CIA بود در ایران. همه فرار کرده بودن، فردوس مونده بود که ساواک بعدی رو بپا کنه. فردوس مونده بود چون شنودها رو داشتن در ایران. فردوس مونده بود چون اینا پیوندها رو به هم نزدن، دولتی از یه نفر به شخص دیگه منتقل شد. این مامای این جریان بود. این به حساب زایش را ایشون مامایش انجام داد که از شاه رسید به یه آخوند مستبدی. سریعا آمدن اون تشکیلاتی هم که روشنفکری اون زمان بود، مثل سازمان چریکا و مجاهدین و چهار تا روشنفکر اینجوری هم سریعا ترتیب اینا رو دادن، جامعه رو پاکسازی کردن از اینا که دیگه کسی اصلا وجود نداشته. اونایی که شاه جرئت نمی‌کرد بکشه، چون دنیا میگفت حکومت وابسته به آمریکا داره جنایت میکنه، آمد یه حکومت به ظاهر مخالف آمریکا رو آورد که قشنگ هم جنایت کرد و این خیالش هم نبود که نظر دنیا راجبش چیه. حالا الان شما میفرمایید ببینید این شخص اگر اندکی شرافت داشت و یا وجدان داشت و یا اطرافیانش شعوری داشتن، از زعمای قوم که در ایران هستند استفاده میکرد قبل از اینکه سیستم از هم بپاشه. قدرت را واگذار به اونها میکرد، میگفتش که وارد مذاکره شید با دول غربی، آتش بسی ایجاد بشه تا دولت جدیدی که مردم از طریق احزاب شرکت بکنن در با احزاب مختلف از طریق اونها انتخاب بشه بر قدرت بیاد، دولت دیگه، تشکیلات دیگه. شما مشکل داشتید با دولت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی دیگه وجودی نداره، ولی اینها این کارا نمیکنن. نتیجه این کارا اینه که اینها این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، خود خامنه‌ای رو از بین میبرن، سران سپاهش هم از بین بردن و دای دوش هم از بین بردن، میفته به هرج و مرج. بعدم اینا هم علاقه‌مند یه تیپی مثلا شازده رو بیارن بالا، چون شازده داخل ایران کسی اینا رو چیز نمیکنه. الان دارن کردستان نیروهای یه حزب کردی رو انداخته همون اسرائیل که اونا رو فعال کنه. بعد تمام این خسارتایی هم که الان وارد برش شده از ما خواهند گرفت، اینا شما مطمئن باشید. اینه که اینا اگه عقل داشتن الان آقای خامنه‌ای میکشید کنار، قدرت واگذار میکرد به افرادی که به عنوان محلل باشن، تا نه اینکه اونها قدرت داشته باشن، نه اصلاح طلب یا نه اصولا، یا نه افرادی باشن که مورد قبول مردم هستن، یه جبهه چه ملی داشته باشن. تقریبا میتونست به اینها یه شورای از اینها ترتیب بشه، اینها قدرت بگیرن، اعلام شروع به مذاکره کنن با به عنوان نمایندگان ملت ایران، شروع به مذاکره با کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی بکنن و این جنگ را بخوابونن. بعد انتخابات هم برگزار و این آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش هم جمع کنن برن، ولی اینها تن به این کار نخواهند داد تا زمانی که کل اون سیستم اصلا نپاشه. نمیدونم جوابتون سوالتون گرفتید یا نه؟ آقای زمانی، منظور خانم شادی اینه که ما میدونیم که جمهوری اسلامی جنایتکار هست و با وجود این خب اسرائیل هم داره هموطنان ما رو میکشه و اینکه کشور داره به خرابه تبدیل میکنه و من فکر می‌کنم این سوال خیلی از هموطنان در خارج از کشور لاحل هستش که الان باید چه واکنشی به این بحثایی که اتفاق میفته بین حالا دوستان یا حتی خانواده‌ها، این که آیا ما باید الان
خوشحال باشیم یا اینکه خیلی مثل خیلی از بعضی از آدم‌ها که خب الان هستن توی شبکه‌های اجتماعی هم بارها می‌بینیم که میگن که دست در نکن آقای نتانیاهو که داری میزنی، ولی خب خیلی از افراد هستن، خانواده‌ای هستن که دارن به هر حال عزیزانشون از دست میدن و از این زدن. درسته که حالا من اولش هم گفتم داره طائب میکشه، نمیدونم شمخانی معلول زمینگیر کرده، ولی خب این خرابی‌هایی که تو کشور به وجود میاد و همه ما می‌دونیم که آزادی تاوان داره یا اینکه ما باید بهایی را بدیم، ولی احساس مردم در این شرایطی که الان به وجود اومده، آیا باید از این اتفاقهایی که داره میفته باید از این نتانیاهو تشکر بکنن که مثل خیلی از عزیزانی که من عرض کردم هموطنامون هستن که تشکر میکنن و خوشحالن و من بارها دیدم که در دست مریضات میگن که نتانیاهو داره ایرانو میکوبه، یا اینکه ناراحت باشن از اینکه راه سومی هم هستش که هم از آخوند ما متنفریم هم نتانیاهو داره جنایت میکنه، یا از هر دو متنفر باشیم. ولی فکر میکنم خانم شادی منظورشون این بود که ما باید چه نگرشی یا چه دیدگاهی نسبت به اتفاقهای الان داشته باشیم که در حال هر دو طرف دارن میکوبن. ببینید خانم قدقی، مشکل اینها با آخوند سر غنی‌سازی بود. کار حرفشون هم درسته، به آخوند نمیشه اعتماد کرد. آخوند اگر اتم دسترسی پیدا کنه اول خود ما میزنه، مطمئن باشید شما اینا. من ماجرای سنندج دیدم در سال 58 چه جور شهرها میکوبیدن و میکشتن مردم را. اگر اتم داشته باشه اول مردم، همونجور که رضاخان نیرو هواییش اول مردم خودش زد کشت. ولی اینها خودشون هم میدونن، همونجور که آقای گروسی هم گفت اینا سالها فاصله دارن به اینکه به این ساختن بمب اتم. اینها میتونستن از طریق مذاکره اینها را توقف بدن و برای اینکه الان مطمئن بشن خب زدن فوردو، نتنز و مراکز اتمی آب سنگین عراق و این جاهایی که خودشون میدونن و زدن همین سران سپاه و اینا کار مثبتی بود، بله. ولی اگر اینها فوردو، اتم، نتنز و اینا رو بزنن که دیگه بحثی برای چیز وجود نداره دیگه. با اینا بخواید سر مذاکره بشین سر چی؟ بگی آقا میخوایم ما راجع به اتم با شما مذاکره، میگه آقا کدوم اتم که اتمی وجود نداره، شما زدید عمل خلاف کردید. پس الان افتادن اینا زیر ساختار رو دارن میزنن، پالایشگاه رو دارن میزنن. پالایشگاه یه چیز ملیه. اینا رو که از بین ببرن، اینا میگن ما میخوایم آخوند رو ببریم از بین، ما میگیم آقا شما اینا زدید فلجش کردید، بقیه‌اش بذارید ما خودمون انجام میدیم. مردم داخل الان شما آخوند دیگه به هیچ عنوان اون قدرت اول بر نخواهد گشت که زنان رو تو خیابون سرکوب کنه. با این وضعیتی که الان پیدا کرده، بعدم الان این مشکلاتی که به وجود خواهد آمد، شما بذارید این دعوا سر صرف بشه، چند روزی ازش بگذره، مشکل مواد غذایی داریم، مشکل سوخت پیدا خواهد کرد که کل شیرازه کار از هم میپاشه. اینا شما بذارید ما دیگه خودمون انجام میدیم، نه اینکه شما برای ما یه نفر تو آب نمک خوابوندید بعد میخواد که ما بیایم بریزیم تو خیابون و علیه آخوند چیز این فاسد رو ببریم دفعه 700 بکنیم باش یکی دیگه شما جاش بیارید. نه، ما حکومت فردی و استبدادی رو به هیچ عنوان مردم ایران قبول نخواهد کرد. 2500 سال حکومت پادشاهی داشتیم و رعیت بودیم. کسی هم که آمد آزادانه گفت من پادشاه میخوایم، معرفیش کنید به روانپزشک، چون این شخص ژن رعیتی درش مونده، یعنی از 2500 سال تغییری نکرده، هنوز به خودش باور نداره که میتونه خودش خودش اداره کنه، دنبال شاهی، ولی فقیهی، همچین موجوداتی بیان اینشون رو اداره کنن. صحبتی ندارم. خیلی ممنون. آقای قهرمان شما خواهید صحبت کنید لطفاً. با سلام دوباره. من خواستم یک مختصر اشاره کنم. یک استاد دانشگاهی ما داریم اینجا، آقای جفری ساکس، اخیراً یک سخنرانی که در مورد همین جنگ ایران و به اصطلاح اسرائیل یک چیزی رو فاش کرد که خیلی جالبه. ایشون گفتن که در سال 2002 این نقشه تغییر خاورمیانه به وسیله همین جنرال نتانیاهو، موساد و CIA چیده شده بود که 7 کشور رو که اینجا هستن اینها رو رژیماشون عوض کنن، حتی از نظر جغرافیایی ناتوانشون بکنن. و این نقشه که خب جنرال نتانیاهو داشته، چون اونها اعتقاد دارن که باعث قوی ترین قدرت منطقه حکومت جهود باشه. این گفت که این 7 کشور عبارت از این سومالی و سودان، سوریه، لبنان، اردن و عراق و آخرینش هم ایرانه که موفق شدن همه را سرکوب کنن، عوض کنن حکومتشون و ناتوانشون کنن. فقط ایران مونده. و نقشه خود اسرائیل که ایران اولا باید تجزیه بشه، یه بخشش جدا بشه و همینطور که آقای زمانی اشاره کردن یک حزب دیگه هم درست کرده که اعلامی داده که ما به ایران حمله میکنیم، که بدون ایران تک تک کنه یه چیز کوچولو اون وسط بمونه که قدرت نداشته باشه. این جزء نقشه‌های به اصطلاح صهیونیستی نتانیاهو است. و این چه بمب اتمی ایران داشته باشه چه نداشته باشه، یا مشغول باشه یا نباشه، این کار حتما میشد. یه بهانه است. همین بهانه دروغین بود که برای عراق درست کردن که بعد فهمیدن اصلا بمبی در کار نیست، چه کار نیست. اینو آقای ساکس عنوان میکنه. این حرفی که آقای نتانیاهو میگه حتی آخرین بار سال 2015 بود که گفت چند هفته دیگه ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا میکنه، یعنی
10 سال پیش و اینو داره میگه. حالا واقعا ایران میتونه دسترسی پیدا کنه یا نه، اون یه بحث دیگه است. من که آقای زمانی گفت اگر هم پیدا کنه به هیچ کشور خارجی پرت نمیکنه، بلکه رو سر مردم ایران برای حفظ خودش پرت میکنه. میخواستم بگم که بعد این واقعا مسئله این که این بمب اتمی دارن یه بهانه است برای تغییر نقشه خاورمیانه که هیچ قدرتی در خاورمیانه نمونه، فقط دولت آقای نتانیاهو بمونه. و هر دو اینا بی‌رحمن، هم حکومت ایران هم خود نتانیاهو، هیچ کدومشون واقعا حکومت مردمی نیستن و دنبال صلح و نمیدونم عدالت و اینا نیستن و دنبال این فکر نمی‌کنن، همونطور آقای زمانی گفتن دنبال که تغییر ساختاری رژیم باشه، نه بعد چیز از تو همینا در میارن که همین رژیم به شکل دیگه ادامه پیدا کنه. من میتونم صحبت خیلی ممنون آقای قهرمانی. آقای حجابی به ما پیوستن، خوشحال میشیم آقای حجابی صحبت کنید، شما بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم از همه. ببینید من بخشی از بخش رو نبودم چون یه به اصطلاح میتینگ دیگه ای داشتم، اما چند لحظه پیش من شنیدم که خب خیلی خوب کردن فاردو رو زدن، نتنز زدن. این دیدگاه که ما دعوت کنیم یا قبول کنیم و تشویق کنیم که بخشی رو بزن بخشی رو نزن، از ریشه کار نادرستی. و حالا من مطرح میکنم که چرا. اول اینکه این برنامه فکر کنم یک سری از همراهان ما این موضوع رو تحدید فکر کنم مشخص کرده بودن از اشاراتی که شد که اول اینکه مسئله بمب و مسئله بمب هسته‌ای اگر درست بررسی بشه میدونید تا 3.67% برای کار صنعتی، 20% در کارهای پزشکی و همچنین اون به اصطلاح مرکز اتمی که در شمال راه کارگر میله‌های 20% لازم داره. قابل توجیه. من همیشه مطرح کردم که اصولا بالا رفتن 20% دعوت به تشنجه و این یک حساب نادرستی بود که رژیم انجام داد. فکر کرد با تشدید غنیسازی میتونه کفه ترازوی رو برای مذاکرات به سمت خودش حرکت بده که محاسبات نادرستی شد. اما موضوع اینه که رژیم اسرائیل مدت تا 8 تقریبا 1 سال پیش نقشه کشیده بود تمام با یک سری ایادی داخل خود یک سری وطن فروش و مزدور کلی از این ابزارها رو داخل کرده بودن و امروز BBC یک مقاله خوبی نوشته بود که بعضی از این ابزارها رو نشون داد که چه جوری از داخل در 24 ساعت اول پدافند و نابود کردن. پس این مسئله امروز و 2 روز نیست. اگر ما به مسائل بین‌المللی نگاه کنیم یک مرتبه می‌بینیم یک حرکت حساب شده و مثل یک ارکستر از ماه قبل بین تئوریکای اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه شروع شد. یک مرتبه موضوع غنیسازی و خروج رژیم شیعی از مبانی مفاد به اصطلاح آژانس رو مطرح کردن که اصلا همش به اصطلاح چرند بود، چون در خود مفاد آژانس نه غنیسازی تحریم شده و به تبع درجه غنیسازی نیز مطرح نیست. همونطوری هم که یکی از همراهان مثل این که مطرح کرد که رژیم اسرائیل الان سال هاست مرتب مطرح میکنه که 2 هفته 3 هفته دیگه در آستانه یه بمب که همچین چیزی یعنی حتی اگر به 90 درجه درصدی برسه حدود 1 سال تا 2 سال طول میکشه. بمب ساختن که به این سادگی نیست که تو غنیسازی رو 90 داشته باشی و بلافاصله بتونی بمب بسازی. کلی کار تکنیکی لازم داره که فکر نکنم ایران در اون شرایط باشه، چون تنها شرطی که انجام میشه و انجام بمب هم امروز آزمایش زیر زمینیه که زمین لرزش به سادگی مشخص. خود مراکز غنیسازی هم که زیر نظر آژانس، پس اینا چرنده صحبتایی که مطرح میکنه میمونه. خود بس حتی اگر بمب هم میساخت قادر به تحویلش نیست، چون 2 جوره، یکی بمبی که به هواپیما میخواد که ایران نداره و دوما کلاهی که خودمون هم 4-5 سال طول میکشه. پس این موضوع این که رژیم شیعی امروز جنوب رو به خطر انداخته کاملا نانسنس به قول معروف، یک حرف دریوریه. میمونه یک توطئه بین‌المللی کاملا بین آژانس، 3 کشور اروپایی و اسرائیل و آمریکا و این کاملا امروز مشخصه. مصاحبه‌ای بود بین رافائل گروسی با رادیو 24 اسرائیل حدود چندین هفته پیش که داره مطرح میکنه شما نمیدونید یک سری از اینها زیر زمین 500 متر زیر زمین من دیدم. اصلا به اصطلاح آژانس مدیر آژانس حق نداره در مورد مسائل که مربوط به مراکز تحقیقاتی در کشورهای دیگه ازش صحبت کنه. غیر قانونیه، اونم با کشوری که در تخاصم قرار داره و خودش هم عضوی از به اصطلاح برنامه آژانس نیست. پس ما اینا رو باید قبول کنیم که ما تمام تشنجات رژیم از سابق قبول میکنیم، پس زمینه‌ها رو ایجاد کرد، بیشتر خارت و پورت بود. اما این حمله یک حمله کاملا حساب شده، نه برای به اصطلاح نجات اسرائیل بلکه برای فروپاشی کل ایران. در این رابطه هم دو نیروی اصلی که در این تشکیل کردن، یکی سلطنت طلب هستن، یکی مجاهدین. حالا ما اینا رو هم همه اینا دونسته شده یا اگر تا حدی هم ناروشنه لازمه روشن بشه. اما موضوع اینه که حالا گفتن اینا موضوع اینه که متفکرین چپ مخالفین، من از موافقین رژیم صحبت نمی‌کنم، اینها وظیفه‌شون در شرایط امروزی چی هست؟ در شرایط امروزی یه عده مطرح میکنن که خب ما صلح می‌خوایم. خب کاملا هم درسته، همه ما صلح می‌خوایم، ما می‌خوایم بریم پیش به سراغ پای مذاکره. اما
اینه که بعضیا مطرح میکنن اعلامیه بدن و ما هر دو طرفو به یک درجه محکوم کنیم. ما نمیتونیم هر دو طرفو یک مطرح کنیم، چون رژیم شیعی علیرغم تمام خباثت، تمام جنایاتی که انجام داده در حق ملت خودش و یک حکومت، یک رژیم ضد ملی، ضد ایرانی، ضد انسانیه، اما علیرغم تمام اینها در تمام این سالها عملیات مستقیمی در داخل اسرائیل انجام نداده یا حملات مستقیم انجام نداده. اما در طول این سالها از 10 سال پیش که اسرائیل موساد شروع کرد به کشتن پژوهشگرای هسته‌ای ایران، اولین دانشمند ایرانی که کشته شد در آزمایشگاه خودش بود که گفتن مسموم شده، بعد معلوم شد که کار موساد، یا اون پژوهشگری که با بمب مغناطیسی چسبوندن در خونش جلو تو ماشینش تیکه پارش کردن، یا در افراد دیگه که کشتن. خب اینا حملات مستقیم به خاک. حالا اینه که یک نفر بره از این جانی دعوت بکنه که بیا بخواد ما رو آزاد بکنه، حماقت محض. آزادی هیچ ملتی از دهانه تفنگ یک دو نیروی خارجی در نمیاد. اگر ایرانی این موضوع رو به این سادگی رو قبول بکنه، بعد ما نمیتونیم بگیم که بیا اینو بزن اونو نزن. همچین چیزی که نیست. اسرائیل که دنبال منافع مردم ایران نیستش که. اگر دنبال برای اینه که دنبال منافع مردم دیگه باشه، اول باید انسان باشه، انسانیت داشته باشه. کسانی که غزه رو شخم زدن، 70-80 هزار نفر رو کشتن، 20 هزار نفر کودک رو کشتن، هر روز میگن امروز قحطی ایجاد کردن، میگن برو غذا بگیر، بعد مردمو میبندن به گلوله. خب از چنین رژیمی که شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینو بزن اونو نزن. اینه که این توجیه این که ما مشابه تشویق میکنیم، خیلی هم به اصطلاح موافقیم که بیا فرد رو بزنه، یک دید خامه. چون منظورش فرد که نیست، اصلا موضوع هسته‌ای نیستش. یکی از همراهان که مطرح کرد موضوع هسته‌ای نیست. موضوع امروز ماکرون در اون حاشیه اون نمایش جهانی نمیدونم مربوط به امور فضایی بود یا یکی از این امورات بود، مطرح کرد گفت ما دعوت میکنیم رژیم به اصطلاح نمایندگان رژیم حکومت ایران بیان پای مذاکره، ولی 3 تا شرط از قبل گذاشته: غنیسازی صفر، محدودیت موشکی و دست برداشتن از فعالیت‌های منطقه‌ای. خب ما با بخش سومش کاملا موافقیم، همیشه هم گفتیم. اما اینکه کسی پیش شرط بذاره که بگه غنیسازی رو صفرش بکنیم، محدودیت موشکی هم که از بین ببرید، خب این خلأ اصلاح کشور میشه. یعنی اگر موشک‌ها امروز نداشتن تو حتی هم کاملا این جنبه همین بخشم نمیتونستم دفاع کنم. ببینید ما میگیم با رژیم شیعی ما کاملا مخالفیم، اما هر عملی که بر علیه رژیم شیعی انجام میشه که ما نمیتونیم باش موافق باشیم. امروز حملاتی که داره انجام میگیره در جهت تجزیه خاک. خب اگر رژیمی علیرغم تمام استبداد، تمام کثافتکاری‌ها و تمام خباثتش امروزه از این فروپاشی داره جلو میگیره، جلوگیری داره میکنه، در این بخش به صورت مقطعی، به صورت تاکتیکی، خب باید دفاع کرد. اگر وزیر امور خارجه ایران دعوت میکنه که اگر و پیام میفرسته که اگر اسرائیل دست از حمله برداره ما عملیات متقابل انجام نمیدیم، خب این در جهت صلح، این باید تایید بشه. موضوع اینه که مسئله اصلا اینها نیست، مسئله دنبال همون به اصطلاح استیلای سرمایه‌داری غرب، آمریکا و کشورهای اروپایی بر کل منطقه است. ایران بخشی از اون جبهه‌ای هستش که در منطقه و در آسیا درش پا میگیره. امروزه در سالها پیش سیاست خارجی آمریکا از منطقه خاورمیانه به خاور دور منتقل شد. یعنی چین امروزه نقطه اصلی. در همین رابطه هم باید منطقه خاورمیانه رو باید ساکتش می‌کردن، اما ساکت کردنش در جهت منافع اسرائیل. پس یک حمله نمیدونم فقط اسرائیل و موضوع هستی اسرائیل نیست، بخشی از یک استراتژی کلانتریه که در توسط آمریکا داره پیش برده میشه. خب امروز هم که میخوان حمله کنن، خب حمله بکنن. اگر حمله کنن فکر می‌کنید چی میشه؟ میگفتن مردم به خیابون بریزن، مردم که به خیابون نمیریزن، نه شرایط انقلاب، نارضایتی که شرایط انقلابی نیست. امروز یه دم میگن که ما بریم نمیدونم تو خیابون این کارو بکنیم، کار کنیم، زمانی که دارن بمب رو سر مردم ریخته میشن مردم ترک میکنن. یکی از من پرسید که خب چرا مردم فرار میکنن؟ گفتم بعضی اوقات یک تصویر بیشتر از 10 کتاب اثر داره. زمانی که غزه رو میبینن، نتانیاهو 2 ماه پیش مطرح کرد که ما تهران رو تبدیل به غزه میکنیم. این حرف صریحش. خب اگر مردم که اینا رو میبینن فکر میکنه که خامبندیشیه که بیان بریزن تو خیابون، فقط یک آدم خائن مثل رضا پهلوی میتونه یک چنین حرفی رو بزنه که مردم میریزن بریم. حداقلش از این دید ما خوشحالیم که رضا پهلوی متوجه شد که آنچنانی که فکر میکنه نیست، کسی هم به حرفش گوش نمیکنه. موضوع اینه که امروزه بخش نیروهای مردمی باید در جهت توقف جنگ حرکت کنن، نه اینکه تشویق کنن نمیدونم برو فلان مرکز هسته‌ای رو بزن. اصلا این دیدی که نمیدونم اگر این رژیم بمب داشت به سر ما خود ما میزد، این دید نادرست. امورات هسته‌ای مربوط به یک تسلیحاتیه که فقط برای جلوگیری از حمله به خودشه، اونم زیاد تاثیر نمیکنه. جنگ اخیر پاکستان و هندوستان نشون داد 2 کشور کاملا مسلح قادرم نبودن از اسلحه هسته‌ای استفاده کنن. رژیم شیعی هم اونقدر احمق نیست که اول اینکه اینو برداره به سر مردم خودش بزنه، آخه اصلا به سر خود مردم خودش بزنه که خودشون نابود می‌کنه. این دیدم نادرست. این دیدم نادرسته که بگیم به کشور دیگه حمله می‌کنه، چون به کشور دیگه که حمله کنه 250 تا کلاه هسته‌ای همون اولین باری که بلند بشه میزننش. اینها تحلیل‌های نادرستی. این تحلیل‌ها اصلا نباید ارائه داد به نسبت باور من، چون باعث سردرگمی بیشتر مردم میشه. امروز تمرکز باید روی مسئله صلح باشه. تشویق محکومیت رژیم اسرائیل در حمله
حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ رژیم اسرائیل باید کاملا تفهیم بشه در سطح جهانی که چرا نابجا حمله کرده. ما دو جور حمله داریم. یک حمله پیشگیرانه است. حمله پیشگیرانه از لحاظ حقوق بین الملل زمانی کشوری اجازه داره حمله رو شروع کنه که موجودیتش به خطر باشه. خب رژیم شیعی که بهش حمله نکرده، در حین مذاکره هم برای یک نوع به اصطلاح مذاکره برای رسیدن به یک نوع درک متقابل برای ایجاد رفع این تخاصمات، پس در حین مذاکره انجام داد. پس این نشون میده که نیتش که پلید بوده. ادراکات هسته‌ای هم که همه میدونیم و قابلا توجیه که انجام پذیر نیست که بگیم که رژیم شیعی بمب داره. عملیات نظامی هم که بهش انجام نداده. بازوهاش هم که قبلا دونه زدن. حزب الله رو که تقریبا نابود کردن، حماس که تقریبا نابود شده، هوتی‌ها که سرشون رو در کردن یا که خودشون کردن، حمله نمی‌کنن. حشد و شعبی هم که کاملا در رژیم عراق حل شده رفته. پس با کدوم نیرو می‌خوام حمله کنه؟ یعنی رژیم شیعی امروز در ضعیف‌ترین شکل خودشه که دولتی مثل اسرائیل، رژیم صهیونیستی برگرده بگه جون من در خطر. پس اون به اصطلاح توجیه این که ما امروزه در موقعیت دفاعی هستیم کاملا رفته در این چرندی. میگونه تهاجم. خب تهاجم از لحاظ حقوق بین المللی هر کشوری که مورد هجوم قرار گرفته حق دفاع داره. ما نمیتونیم مطرح کنیم که رژیم شیعی دفاع نکنه. جانیه. خب وقتی میزنن میخواد چیکار کنه؟ اگه دست بزنه بگه من صلحجوام چون بیا بزن. اینجا که دیگه به اصطلاح چیزی مسیحیت نیست که بگه کشیده به صورت من بزن، من صورتمو میگردونم یه کشیده دیگه هم بزن. طرف اومده به قصد جون تو. خب که نمیشه که گفتش که نمیدونم. من این بحثو با یه عده دیگه هم داشتم که مطرح میکردن که ما باید صلح. گفتم صلح درسته، صلح ما کاملا هوادار صلحیم، اما نه به این مفهوم که اجازه بدن که آقا تو بیا بزن، ما نمیزنیم شما صلحجویی. خب نمیشه، وقتی میزنه باید زد. تمام کشورهای غربی هم دارن ازش دفاع میکنه. پس میمونه امروزه ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل که بدون توجیه ناپذیره، باید با رد گذشته رژیم شیعی، با رد تمام فعالیت‌های منطقه‌ایش که شرزا بوده، اینها رو باید رد کرد، ولی باید محکوم کرد. اما این حمله رو باید کاملا مخالفت با حمله اسرائیل در هر شکلیش، نه به صورت مقطعی، نه به صورت اینکه اینجا رو بزن اونجا رو نزن، کلا به طور کامل بدون هیچ گونه منفعتی، بدون هیچ گونه توجیهی، بدون هیچ شرایطی باید رد کرد. عملیات متقابل امروز اگر وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی مطرح میکنه که اگر نزنید ما نخواهیم زد و قطع میکنیم، خب این باید تشریح بشه. در عین اینکه مطرح بشه که رژیم شیعی نه از سر خیرخواهی برای مردم اما برای نجات خودش امروز این پیشنهادو میکنه، اما این پیشنهاد هرچند که در جهت منافع رژیمه اما در جهت منافع مردم ایران نیست است و باید ازش دفاع بشه. امروز تمرکز باید روی صلح باشه، تمرکز بر روی این ایستادن، ولی ضمن مذاکرات بدون پیشرفت. نمیشه قبلا گفت حرفی که دارن میزنن یا ترامپ برمیگرده میزنه میگه تسلیم بدون شرط، بدون بلا شرط. خب تسلیم بلا شرط که میشه که یعنی آمریکا یا هر کاری بخوان بیان در ایران بکنه، یعنی امروز اینا بیان نظامیاش بیان برن هر جوری هر جایی هم که صلاح دیدن بخوان منفجر کنن. خب اینم که جور در نمیاد، با منافع مردم نیست که ما بذاریم یک نیروی خارجی بیا هر جا هم بخواد منفجر کنه. درسته که نمی برنامه موشکی رو که نمیشه بگی گفتش محدودش کرد چون اینا اسرائیل میگه من در تیر رسشم. خب اسرائیل خودش 5000 کیلومتری داره. خب به چه حقی داره بمب 250 تا بمب داره؟ منظور من اینه ما در شرایطی نیستیم که اعمال به اصطلاح نظر کنیم یا بگیم اونا باید این کارو بکنن، اما یک حداقل هایی هستش که مردم با صدای واحد باید اینو برسونن که مذاکره خیلی عالیه، نزنن، کسی این نزنن، نخواهند زد، ما تشویق میکنیم، صلح باید برقرار بشه در جهت منافع هم مردم اسرائیل هم در جهت منافع مردم ایران در یک کلیت. اما من چند روز پیش اولین مقاله‌ای که در این مورد نوشتم مطرح کردم، رژیم شیعی در 24 ساعت اول شکست خورد و فروپاشیش شروع شده. این از درون خودش منفجر میشه، شاید بگم بین 1 سال تا 5 سال حد اکثر منفجر میشه، بدن از خودش جدا میشه، حالا به اشکال مختلف. رژیم شیعی هم اونجوری نیست که بگیم منسجم. من اینجا سکوت میکنم. من از اینکه به قول معروف اسپانیا به روی درازی ما گوش کردید از همگی سپاسگزارم. خیلی ممنون. متشکرم. آقای ابری بفرمایید شما. ممنونم، مرسی. ببخشید من یه نکته‌ای باید بگم در جواب آقای نادر. اول از همه جمهوری اسلامی یه هفته است الان داره بهش حمله میشه. در این هفته هم رهبرش هم رئیس جمهورش اومدن گفتن که الان باید آشتی ملی کنیم، ولی آیا خود همون حکومت گامی در راستای آشتی ملی برداشت؟ آیا دولت پزشکیان یک بار اومدن معذرت‌خواهی کنن به خاطر بلایی که سر مردم تو خیابون 1401 آوردن؟ آیا اومدن تو همین یه هفته گذشته یه سری از زندانیای سیاسی که بیخودی تو زندانن رو به بهانه اینکه الان زندان ناامن دارن اطراف زندان اوین رو میزنن، الکی همینجوری آزاد کنن و بیان نشون بدن بگن آقا ما حداقل داریم مثلا حتی به این بهانه هم شدیم یه سری زندانیای سیاسی که الکی تو زندانن آزاد میکنیم؟ آیا گامی برداشتن در
راستای اینکه بخوان آزادی به مردم بدن. همین الانش تو همین وضعیت دارن پیامک حجاب میفرستن برای زن و دختر مردم و دارن چیز میکنن. فکر میکنی اگه الان صلح بشه جمهوری اسلامی چون در وادی بین المللی بازی رو باخته و اون ادعایی که میکرده میگفته ما تو سوریه و عراق میجنگیم که تو تهران و کرج نجنگیم رو حرفش غلط در اومده و اون موقع که رهبرش میگفت مذاکره نمیکنیم جنگ نمیشود هم مذاکره کرد هم جنگ شد. چون همه اینها رو باخته یک دهه 1405 را میندازه که دهه 60 جلوش لنگ میندازه. خب برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه شروع میکنه به قتل عام کردن و شروع میکنه به زدن مخالفین برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه. همین الان داریم میبینیم به بهانه‌های الکی خیلی از فعالین کارگری و بچهای مختلف رو دارن دستگیر میکنن. همه هم بهشون اتهام جاسوسی به اسرائیل میبندن، بلافاصله میتونن اعدام بکنن. قالیباف گفت پیروز توی مجلس دیگه گفتش که شرایط دادگاه شرایط جنگی میذاریم و اون موقع قشنگ همه رو اعدام میکنن. بنابراین ببین یه سری چیزا ناراحت کننده است. بله داره به ایران حمله میشه، این خیلی بده، خیلی بده. هیچ کسی خوشحال نیست از اینکه داره به کشورش حمله میشه. منتهای مراتب شما باید در نظر بگیرید که دشمن بزرگتر از ما خود جمهوری اسلامی که حاکم بر ماست. جمهوری اسلامی در 46 سال حکومتش بر ایران نشون داده که بزرگترین دشمن مردم ایرانه. نه دلش برای منافع مردم ایران میسوزه، نه دلش برای منابع مردم ایران میسوزه. هیچ اصلا نه رهبریش نه حاکمیتش هیچ گونه تعلق خاطری به مردم ایران و کشور ایران نداره. بنابراین شما داری از یک نتانیاهو جانی نتانیاهو دادگاه کیفری بین المللی حکم جلبش رو صادر کرده. همه اینا درسته، هیچ کی از نتانیاهو دفاع نمیکنه، ولی این باعث میشه که ما بریم پشت جمهوری اسلامی وایسیم ازش دفاع بکنیم. جمهوری اسلامی در تنها کشوریه که در قرن 21 خواهان نابودی کشور دیگه است. شما ببینید بیانیه‌های سپاه رو توی همین یک هفته بخونید، 15 تا بیانیه تا الان دادن در رابطه با حمله موشکی به اسرائیل. سخنگوی سپاه اومد تو تلویزیون جمهوری اسلامی وایساد و گفتش که مردمی که در اراضی اشغالی هستید برید که شاید زنده بمانید. یعنی شاید حتی بعد از رفتنتون هم از اسرائیل اگه خارج بشید ما بازم زنده بودنتون رو تضمین نمی‌کنیم، شاید زنده بمونید. خب اینها دائم دارن از نابودی اسرائیل صحبت میکنن. اینها کلی هزینه کردن، کلی پول مملکت ما رو 46 سال خرج حزب الله و حوثی‌ها و حماس و هشت شعبی و تمام اون اسد و اینا کردن. اینا که شوخی نیست که دعوای جمهوری اسلامی و اسرائیل که دیروز به وجود نیومده که 46 سال جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل هزینه کرده. اینو اگه شما ممکنه آقای جناب احسان این حرفایی که شما میزنید کاملا متین به درسته. کسی از اسرائیل دفاع نمیکنه، کسی از آخوندم دفاع نمیکنه. ما همه مردم ایران زخم خورده از آخوند هستیم. اینم که 4 تا آخوند بیشعور واقعا میشن که میگن ما خواهان نابودی اسرائیل هستیم. اینا یه سری تفکرات آخوندیه که بله ما مأموریت ما اینه که بخوایم اسرائیل هم از بین ببریم. نمیشه این را پایه قرار بدی برای اینکه بگی آقا چون اینجوری فکر می‌کرده من دارم بهش حمله میکنم. خب همین فکرم تندروهای اسرائیل دارن علیه فلسطینیان. میگن آقا اصلا به اینا چرا ما باید دولت بدیم؟ اینا کی هستن؟ باید همش بریزیم بیرون، باید بکشیمشون. دیدید یه مصاحبه هست باشون میگه آقا تک تکشون رو باید کشت. مردم عادی تو خیابون هستن. اینا تحت تاثیر کیان؟ تحت تاثیر رابینا و خاخاما و تفکراتیه که تو جامعه هست. این رو نمیشه مبنا قرار داد که چون اینا یه آدمای تندرو، یه آدمای دیوانه و ابله یه مزخرفاتی میگیرن ما اینو بگیم آقا بله این پایه این بشه که چون اسرائیل خود 40 سال پیش آخوند یه مزخرفی گفته پس بیایم حمله کنیم. بعد راجع به این مسئله آقای حجابی صحبت کردن. ببینید یک چیز شما در نظر نگرفتید و مسئله اینه که ما در معادلات جهانی در یک بلاکی قرار گرفتیم. الان شما ببینید چین یه دفعه پاکستان اعلام میکنه که از ایران حمایت میکنه. پاکستانی که چند ماه پیش ما با هم دیگه راکت رد و بدل کردیم. آمده چند وزیر نخست وزیر جمهورش آمد تهران و الان هم اعلام کردن که اگر اسرائیل بخواد با اتم به ایران تهدید کنه ما دخالت میکنیم. و محسن رضایی هم یه سری صحبتایی کرد که بعد البته تکذیب شد یا ما نگفته بودیم حرفی. ولی چرا پاکستان الان یه دفعه حامی ایران شده؟ چون پاکستان یعنی چین. چون در این معادلات جهانی که امروز هست الان هندوستان رفته کاملا به طرف آمریکا. شما ببینید رئیس جمهور چند روز پیش آمریکا بود به ملاقات آقای ترامپ رفت. همون فردی که ترامپ دیدید یا دو صحبت می‌کرد میگه من صحبت رو نمیفهمم، لهجه دارید شما بیوتیفول دارم اکسنت دارید ولی من نمیفهمم. ولی رئیس هند رو میفهمید که اونها لهجه وحشتناکی دارن. ولی الان در معادلات جهانی هند و آمریکا و اروپای غربی در یه جبهه شدند. چین و روسیه و پاکستان آمدن پشت ایران. اون که اینها بیان زمان جنگ جهانی دوم نیست که اون مطلب بردن پسرش جاش گذاشتن. الان بیشتر قراردادهایی که بسته شده بین سپاه نه دولت ایران. یعنی ما دولت آقای حجابی لطف کنید مایک تا ببند شما این باز صدا میاد. خود دولت پزشکیان یا دولت احمدی نژاد یا دولت خاتمی اینا یه سری فیگورای که جلوی ویترین هستن ما میبینیم این حالات. در حقیقت گرداننده کشور
ستاد چیز امام آقای خامنه ای و سپاه اطرافش. الان که شما می‌بینید رئیس قرارگاه محمد رسول الله رو زدن، اون نقش خیلی مهمی داشت در این قراردادها. تمام افرادی مثلا شمخانی رو زدنش به خاطر اینه که اینها قدرت اقتصادی هستن. اینها پشت اون قراردادهایی هستن که با روس‌ها بسته شده. شما برید بخونید ببینید جنگ گاز چالوس یه منبع خیلی عظیمی پیدا شده در اون منطقه. قرارداد روسیه، چین و سپاه هستن، نه دولت ایران. این زمان رضاخان دیگه، رضاخان پول نفت میگرفت میریخت جیبش، مربوط به اون بود. قرارداد رو با رضاخان می‌بسته، نه با دولت ایران. اینا هم الان جریاناتی مثل چین و روسیه، شما صفحات همین سپاه اینا رو بخونید، برید دنبال صفحات تلگرامی اینا رو میگه که پوتین هر روز با ما در تماسه. نگران این مسئله است. هنوز چیز نشده، 3 تا هواپیما نه از چین نشستن، از اون طرف پاکستان مرزهاشو بسته که نتونن اینها پهپادی چیزی اسرائیلی از اون طریق وارد کنن و بلوچ‌ها رو تجهیز کنن. یعنی اینا عملاً وارد میدان شدن. به این صورت نیست که به این راحتی هم بذارن خامنه‌ای هم که کشته بشه، اون افراد دیگه هستن و سریعاً بخواد تغییر سیستم بده، از این بلاک بره به بلاک دیگه. این نیست. اینها سال‌هاست با چین در حال نبرد هستن. شما ببین آقای زمانی، این آقای حجب نمیبنده مایکشو، صدا میپیچه. آقای حجب لطفاً مایکتو ببند. بابا مایک من بسته است. خب بسته نیستش، بازه جناب. لطف کنید ببندید. اجازه بدید من پیداش کنم. اجازه بدید. آقای حجبی، این میکروفونی که سمت راست گوشیتون سمت پایین هستش روی اون بزنید، مایکتون باز نمیشه. من نوشته آن میوت، یعنی اجازه بدید. میوت ببخشید. پوشیده شده الان باز است. آقای حجبی شما بخواید یه خروج ورود بزنید، فکر می‌کنم اشکال داره، چون منم نمیتونم ببندم مایک شما رو. اینجا نوشته میوت، من نمیدونم چرا. بله، اینه که حتی شما ببینید جنگ عراق را به بهانه شروع کرد آقای جورج بوش. حتی میدونستن سلاح کشتار جمعی نداره. بعدم اون کلین پاول رئیس وزیر دفاع آمریکا بعدش آمد گفت آقا ما دروغ گفتیم. و میدونستن. آقای زمانی ببخشید پوری خانم بفرستش یه دقیقه پایین، مثل اینکه بلد نیست، چون صدا میپیچه. پایین الان نیستش، تو اتاق نیست، پایین هستش هنوز. آره، در همون زمان هم اینها بهانه پیدا کردن که حمله کنن به عراق. مسئله انرژیه که این انرژی که در خاورمیانه هست تحت کنترل کی باشه. چین هم الان دسترسیش به انرژی ارزون ایران را به این راحتی از دست نمیده، کنار نمیکشه. اینها هر جایی که چینی ها وارد شدن و خطر چین را احساس کردن، اینا هم وارد شدن. شما ببینید از سودان چینی ها سرمایه‌گذاری زیادی کردن برای انرژی. سریعا اینا رفتن حتی کودتا کردن در اونجا، کشور به 2 قسمت شد، سودان جنوبی و شمالی شد. تماما این کار انجام دادن که جلوی چینی ها را بگیرن در اونجا. الان همین مسئله گازی که میدان گازی بزرگی هم که بین لبنان و اسرائیل هست، این رو تا چند روز پیش نمیتونستن در استخراج کنن، ولی چون پالایشگاه حیفا که الان ببینید آخوندا زدن، این پالایشگاهی بود که روزانه 10 میلیون نزدیک 11 میلیون 10.8 11 میلیون بشکه نفت را تصفیه میکرد و برای اروپا میفرستاد. این منابع گازی اونجا هم اینها هر دفعه آمدن برن استخراج کنن، هیچ شرکتی حاضر نمیشد، چون لبنانی‌ها حزب الله میگه آقا بیز شروع کنید به عملیات، ما میزنیم. الان که لبنان رو زدن، لبنان رو خفه کردن، اونجا رو کامل در اختیار گرفتن، حتی سهمی هم به لبنانی‌ها نمیدن. نزدیک غزه هم یه میدان گازی بزرگیه که اصلا کل این نابود کردن حزب الله، همین حماس و از بین بردن کل مردم غزه و مجبور کردن اینا که کوچ کنن به خاطر اینه که اینجا رو دوباره به دست خودشون بگیرن. الان چرا آمریکایی‌ها میگن ما میتونیم، ما میاییم در اونجا، خود اسرائیلی‌ها میخوان مجددا بیان. همه دعوای اینها سر مسئله اون انرژیه. یعنی پشت ماجرا رو اگر بریم عمیق نگاه کنیم، مسئله دیگری جز اینکه آخوند نمیدونم میخواد غنی‌سازی کنه و غنی‌سازی نکنه، اینها عملاً سعی میکنن یه حکومت دست نشانده خودشون را بتونن، اگر چون ندارن کسی رم، نه این پسر شازده به قول معروف ظرفیت اون چیزی داره که رهبریت چیزی رو به عهده بگیره، نه داخل ایران اون صورت تشکیلاتی دارن. این نفراتشون هم که میاد بیرون تو برای شازده این مشکلات که بین قرآن و تورات هست، اینو چجوری شما تفسیر میکنید؟ اصلا مشکلی نیست. چرا جنگ سر قرآن و تورات دیگه؟ ببینید اون نه من عرض کردم مسئله، ببینید گفتم نکنید لطفا. جناب شما حرف رو دقت نکردید، تشریف نداشتید. بنده عرض کردم ما تندروها یه شیعه داریم که همین آخوندهای خودمون هستن، سنی داریم که همین طالبان و نمیدونم در دسته القاعده هستن، مسیحیت داریم که همون کلیسایی بود که در قرون وسطا بود، و یهودیان رو داریم. و این رو ما شما تشریف نداشتید. ما کلی راجع به حکومت مکابیون صحبت کردیم و گفتیم که اینها چه گونه موجوداتی بودن که حتی خود یهودیان تحملشون رو نداشتن، اینقدر اینها متعصب و سلفی بودند. و حتی اون حکومت هشمونی هم که راه انداختن، مردم از ظلم اینها برگشتن با به طرف سلوکیان که اون موقع هم در چیزای سرداران اسکندر بودن که در کشورهای مختلف حکومت می‌کردن، به طرف اونا که آقا ما رو از دست اینها نجات بدید.
زمانی که آخوند میاد میگه که آقا آدم میکشه، یهودی رو میکشه، میگه آقا این را باید کشت. نه تنها یهودی را، کافر هم همینه میگه. ما اینو عرض کردیم قبلش، گفتیم که آقا نه شما راجع به سرزمین موعود صحبت کردید. بله اینم عرض کردیم، شما نداشتید. گفتیم آقا اسلام این گونه است که خود محمد ابو عبیده جراح سر باباش هم برید، چون اینها فکر میکردن کاری در راه خدا انجام میدن. همین گونه هم هست تندروهای اسرائیل. سرزمین موعود چه ربطی داشتین؟ آقای همسفر ما در مورد سرزمین موعود، این که اصلا چرا یهودی‌ها اونجا جمع شدن، این که قبلش جنگ صحبت می‌کنیم دیگه. بله ببخشید جناب عرض کردیم ما گفتیم اونجا جمع شدن. این که یهودی‌ها چرا اونجا جمع کردن، اول قرار بود کجا برن، مثلا یهودی‌ها چرا خواستن برن در مورد این چیزا در اتاق صحبت شد، این که تکرار نشه برای بقیه هم خسته کننده نباشه. بحث ادامه میدیم. شما فکر کنم اتاق از اول گوش بدید. معذرت می‌خوام. در مورد سرزمین موعود و در مورد یهودی‌ها که اونجا جمع شدن قبلا، یعنی اول اتاق صحبت شده. راجع به حسیدی‌ها صحبت کردیم، همین حویدی‌ها صحبت کردیم. تمام اینا اون گروهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، یهودیایی که حتی اومدن پناهنده شدن تو ایران، یهشون همه اینا رو صحبت کردیم. اونایی که با احمدی نژاد در ارتباط بودن، اینا شما تشریف نداشتید، صحبت شد. میتونید بعداً ببینید این اتاق، و بعداً میتونید مطالب شا دو مرتبه ببینید. این بعد عرض می‌کردم مسئله از نگاه جهانی هم باید به این موضوع نگاه کنیم. فقط مسئله آخوند و اسرائیل و آمریکا نیست، مسئله چین هم هست، مسئله روسیه هم هست، و اینه که اونها هم علاقمندی ندارن که این سیستم اصلا بپاشه. اونها هم علاقمندن که این مدل باشه. آمریکایی و اسرائیلی هم علاقمندن یه دولت طرفدار خودشون رو بیارن. این وسط ما هستیم که داریم ضرر می‌کنیم. کشور ما از این ساخت‌های ماست که داره نابود میشه. و بازم عرض کردم ما اگر این آقایون عقلشون برسه قبل از اینکه جسدشون رو تو کوچه‌ها پیدا کنن، کنار بکشن و در اختیار یک گروه، یه هیئتی که منتخب مردم باشن، یعنی در بین مردم وجه المله باشن، اینها برای یک دوران کوتاهی بیان مثلا اولا به عنوان نماینده دولت ایران این جنگ رو تموم کنن، بعد بشینن فضای بازی ایجاد کنن، احزاب شروع به فعالیت کنن، انتخابات آزادی بشیم، ما بشیم مثل کشورهای متمدن دنیا، یه حکومت مردمی به پا بشه که تکیه در آرای مردم داشته باشه و در خدمت مردم ما باشه، نه نوکر این و نوکر اون و یه عقب افتاده مثل نتانیاهو برای ما بخواد رهبر تعیین کنه. این از این ذلت و مذلت بیایم بیرون. من صحبتی ندارم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای قاسم شما می‌خواید صحبت کنید، بفرمایید. خیلی متشکرم. من فقط می‌خواستم بگم که دشمن ما که حتی جمهوری اسلامی میتونه باشه، نباید دشمن رو دست کم گرفت و دشمن ما به خوبی داره، نمیگم خیلی خوب، ولی به خوبی داره کار خودش رو به جلو میبره. ما به موقعی ضرر میکنیم که دشمن رو دست کم بگیریم، بگیم اینا آخوندن، اینا هیچ کوی نیستن، اینا هیچ چیزی نیستن، در حالی که الان موشکاشون به خوبی داره عمل میکنه. متاسفانه به بیمارستانا میخوره. البته که از طرف اسرائیل، نه مردم اسرائیل، از آقای یاهو هم مردم عادی کشته میشن. من اونم میگم، هر دو طرفو میگم، ولی دشمن نباید دست کم گرفت. و اینکه بگیم که مثلا جمهوری اسلامی هیچ بنوام همش سرداراش کشته شدن، اینو خوردن اونو بردن و اینجوری نیست. دارن مقاومت میکنن و یه فرقی هم هست. مرسی. ببینید یه فرقی هم هست بین ما و مردم اسرائیل. ما مردمی هستیم تحت ستم و هیچ اراده‌ای در کشور نیست، از جانب مردم هیچ دخالتی در حکومت نیست. یه عده اراذل و باشی هستن، در رأسن، هر جنایتی هم که میکنن اونها هستن. ولی دولت اسرائیل دولتی است که تایید شده مردمشه. یعنی این افکار در بین مردم هم هست که ما نسل برتر هستیم، ما ملت برگزیده هستیم. این افکارهای مذهبی اگر در جامعه رشد پیدا کنه بسیار خطرناکه. اینا بسیار مذهبی که تو ملت اسرائیل بسیار قوی تر از ما هست و اینکه آیا که ملت اسرائیل آیا راضی هستن اینو من و شما نمیدونیم، و اینکه اونها در پناهگاه‌ها هستن و ملت ما در پیکنیک هستن. ما میدونیم اگر نبودن میکشتن پایین این دولت‌ها. نه چرا نه، شاید بکشن، هنوز دورشون نرسیده، چون جنگ هست، چون اونجا هم چون جنگ هست، جنگ رژیم ها رو نگه می‌دارن. همونجور که جمهوری اسلامی ملعون را در جنگ ایران و عراق متاسفانه به بهانه جنگ ما رو سرکوب کردن، اونها هم دارن سرکوب میشن. بازم شما دارید حکومت آخوند و شما دارید با یه حکومت آخوند و کشیش و خاخان همشون یک دکون دارن برای من. نه اونها بحثی که همه میدونن، ولی مسئله اینه که در کشور اسرائیل دولتش برگزیده مردمش هست، برگزیده اون احزابیه که اون دولت رو تشکیل دادن. دولت اونها هم مخالف دارن، آنها هم مخالف زیاد دارن، ولی آقای زمانی آقای همسفر اجازه بدید، منظور آقای زمانی این هستش که اگر حتی الان اسرائیل داره کشتار میشه، اتفاقا من همین امروز یه اخباری رو شنیدم، این که فکر کنم BBC بود داشت میگفتش که دولت نتانیاهو اجازه نمیده که مردمش از اتفاقایی که در ایران داره میفته یا توی غزه میافتاد مردمش خبردار بشه، به خاطر اینکه اگر بدونن که چه جنایت‌هایی در کشور
های دیگه دولت نتانیاهو داره انجام میشه اینجوری باهاش مخالفت میکنن، ولی چنان اونا رو توی شرایط استیبل نگه داشته و خب به هر حال این همه کشتار و جنایتی هم که توی غزه و لبنان و حالا که جاهای دیگه انجام داده و الان هم داره ایران انجام میده، اون مردمش خبر ندارن. اگر حتی اعتراضی هم نمیکنن به خاطر اینه که اطلاع ندارن، چون حتی همین الانش در بیرون از یعنی تو خود اروپا هم خیلی هستن که با کارهای نتانیاهو مخالف هستن، ولی خود مردمش توی شرایط اونا رو نگه میداره که از اون جنایت‌هایی که توی کشورهای دیگه انجام میده خبر نداشته باشن. از یه طرف دیگه یه سری هم که اطلاع پیدا میکنن موافق هستن، به خاطر این هست که توجیه میکنن، میگه چه از لحاظ ایدئولوژیکی چه از لحاظ اقتصادی توجیه میکنن خودشونو که اگر داره این کارا رو میکنه به خاطر رفاه ما و به خاطر اینکه آیین ما یا به خاطر اون دین ما دستور داده که همونطور که آقای زمانی قبلا اولش توضیح دادن اینکه مقابیون هستن، نمیدونم امالیق هستن. حتی خود آقای نتانیاهو همونطور که آقای زمانی باز اول صحبتاشون گفتن، شما تشخیص نداشتید، اینکه حتی آقای نتانیاهو دولت ایران به عنوان امالیق میدونه. حالا تاریخچه امالیق هم که باز توضیح دادنشون، یعنی در واقع حتی برای اون مردمش اینطوری توجیه میکنه که چون این دولت ها امالیق هستن و کشتن و یا ظلم بر این امالیق حق هست، چون دین ما آیین ما این دستور رو به ما داده، پس ما بر حق هستیم. در واقع همونطور که شما هم دارید میگید، در جنایت، در این کشتارهایی که دارن انجام میدن، آخوند و دولت یهود یا همون نتانیاهو هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی حتی 1% هم نمیتونین در مورد جنایتکار بودن این دوتا تفاوتی قائل بشیم. تنها تفاوتش در اینه که اگه مردمش حتی باهاش موافق هستن، اینه که در دو جنبه فکر میکنن، این که اول اینکه به نفع خودشون میبینن این جنایت ها رو، دوم اینکه خب خیلیشون هم اطلاع ندارن که چه جنایت هایی داره انجام میده. بعدم از اولش هم که خب دولت اسرائیل از روزی که سنگ بناش گذاشته شده با جنایت مونده، همونطور که آخوند از روزی که حکومتشو برپا کرده با جنایت مونده. پس میشه گفت این در واقع این دوتا الان عین هم هستن که دو تا کله پربادی هستن که افتادن به جون هم دیگه. در واقع این مردم حالا ناآگاه اونا و مردم نادان و ناآگاه ما هستن که ساده ما هستن که فکر میکنن نتانیاهو اومد اینا رو نجات بده، یا اینکه اونا آدمایی هستن که فکر میکنن نتانیاهو داره به نفع اونا حرکت میکنه. خیلی ممنون. آقای قاسم شما رو بشنویم. آقای زمانی لطف میکنید میکروفون رو ببندید. ممنون. بله ممنون. من یه صحبت کوتاهی داشتم در نقد دوستانی که شاید بشه گفت که نسل قدیم ما هستن. درسته که من خودم شخصا به این معتقدم که باید با ورژن های قدیمی خودمون، با افکار ورژن های قدیمی خودمون، یعنی مبارزان و اپوزیسیون دولت ها و دیکتاتوری هایی که در سیستم حکومتی خودمون داشتیم، باید مهربان باشیم. یعنی اما دلیل نمیشه که نقدشون نکنیم. من ابتدا از جناب حجوی تشکر میکنم که لطف کردن و دعوت من پذیرفتن و تشریف آوردن و صحبت هاشون رو این که من شنیدم، یه نقد کوچیکی داشتم. متاسفانه من حس میکنم که دوستان چپ و عزیزانی که تفکرات یه جوری میشه گفت هنوز تفکرات امپریالیست ستیزی دارن، من ترسم این هست که دوباره در این بزنگاه تاریخی ما دوباره از چی میگن، از ترس این یا از نفرت امپریالیسم بیفتیم دوباره در دام آخوند. خب آخوند ضعیف شده، شرایطش خیلی الان یه جورایی میشه گفتش که شکننده است و در پرتگاه سقوطه. اما شاید کوچکترین حرکت و یا کوچکترین نگاه اشتباه ما به این سیستم دوباره یک تجربه تاریخی رو برای ما رقم بزنه و درسته باید به هر حال قدرت‌های امپریالیستی به قول دوستان چپ که دنیا رو با اقتصاد و تسلیحات نظامی در تصویر خودشون دارن، باید باش مبارزه کرد. یعنی به هر حال این حقوق به حق تمام ملت هاست که استقلال داشته باشن. اما من با توجه به افکار نسل خودم این نقد رو دارم که نکنه که به خاطر اینکه و همین میدونیم که این سیستم های استثماری و استعماری یه نوین که اصلا با اون چیز قدیم و جنای قدیمیشون خیلی فرق میکنن، مترسم این هست که ما با کوچکترین حمایتی یا همراهی که بخوایم با آخوند داشته باشیم دوباره اون اشتباه بعد از انقلاب و حمایت از این سیستم دوباره رقم بخوره و ببینیم آن چیزی که تجربه کردیم در تاریخ و بسیار رنج‌آور بود. این نسبت به صحبت‌های جناب حجوی و یه صحبتی هم داشتم در نقد صحبت‌های زمانی. یک کمی من فکر می‌کنم که شاید آرمانگرایانه و مدینه فاضله باشه دید نسبت به تحولاتی که در آینده میخواد رقم بخوره. ما قدرتی نداریم تقریبا و متاسفانه ابتدای صحبت‌هام این مطلب رو گفتم که ما متاسفانه این رو شاید باید به خودمون خورده بگیریم که جایگزین مناسب، هرچند درسته سیستم‌های دیکتاتوری خیلی دخیل بودن که ما نتونستیم یک جایگزین خیلی قوی برای پس آخوند داشته باشیم، اما در خارج از ایران فکر نمی‌کنم دیگه اون بحث
فضای دیکتاتوری و اینجور چیزا مطرح بشه. دنیای آزاد، حتی تو این دنیای آزاد هم ما نتونستیم حتی شده یک گروه مستقلی که قابلیت جایگزینی این سیستم رو داشته باشه رو نتونستیم تشکیل بدیم. این دو تا مطلب بود که من خواستم فقط عرض کنم. خدا دوستان دیگه صحبت می‌کنم. میشه من چند دقیقه در صحبت؟ البته من یه لحظه یه کوتاه ببین قاسم جان، بدبختی ما اینه که تمام شیپورا رو دادن دست طرفدارای خودشون. ببین این نیروهای ایرانی تو خارج از کشور کم نیستن، داخل هم همینطور، ولی صدا ندارن. چرا؟ شما نگاه کن، این رضا پهلوی سورپه که میکنه 50 دفعه این تلویزیون آشغال ناسیونال نشون میده، همینطوری اون. ولی وقتی مثلا یه دونه از این بچهای مبارز داخل کشور یا خارج از کشور بزرگ، شما میدونید 1000 تا استاد دانشگاه در خارج از کشور یه نامه نوشتن، امضا کردن علیه جمهوری اسلامی و نتانیاهو. شنید این خبر رو؟ اصلا خدایی شنید این خبر رو؟ شوخی نیستا. 1000 تا استاد اینو امضا کردن. اینه که اون جایی که بلنگو هست، بلنگو رو میذارن در اختیار راستا، صدای بقیه شنیده نمیشه. اینا اومدن یه جریان وکالت گذاشتن که به نظر من بهترین کار بود. یعنی تو اون جریان نشون داد که رضا پهلوی هیچ مایه‌ای نداره، چون از 85,400,000 تا رأی آورد. ولی شوربختانه چون ما نیروهای مخالف امکانات مالی رو نداریم و نمیتونیم مثلا یه تلویزیونی در سطح BBC یا صدای آمریکا یا آشغال ناسیونال یا من تو داشته باشیم، اینه که صدا فقط اون جایی که اینا میخوان در بیاد. من اول عرایزم یه چیزی رو گفتم، تکرار میکنم اینو. ببین سال 2023 توی غزه مردم غزه قیام کردن علیه حماس. 3 جولای 2023 حماس مردم غزه رو به گلوله بست، ولی 2 هفته صدای یعنی اینترنت غزه رو اسرائیل بس، نداشت خبر به گوش جهانیا برسه. اینه که اینا فقط اون خبرایی رو که دوست دارن میخوان تو مغز ما کنن، روزی 50 دفعه و ما یکی از بزرگترین مشکلامون نداشتن همون امکاناته که نمیتونیم باهاشون در بیافتیم. ببخشید فقط اینو لازم دیدم این توضیح رو بدم. ببخشید من تمام. میشه من چند دقیقه صحبت کنم؟ بفرمایید. آقای عبری می‌خواستن صحبت کنن، الان می‌خواید شما صحبت کنید بعد ایشون صحبت کنن. باشه بس من صبر می‌کنم. مرسی، ممنونم. ببین من یه نکته‌ای بگم، جناب زمانی یک ایده‌ای دارن خیلی خوبه، اگر مثلا خامنه‌ای استعفا بدهد، دولت استعفا بدهد، کار بدن دست یک دولت موقت که اینا بیان و در واقع وضعیت تغییر بکنه. این ایدئال خیلی قشنگه، ولی این یه ایدئاله، چون در تفکر حاکمیت جمهوری اسلامی میگه ما اگر بکشیم کافر کشتیم میریم بهشت، اگر کشته بشیم شهیدیم میریم بهشت. اینا شهادت آرزوشونه. فکر نکن اینا تا آخرین دقیقه وا میدن و استعفا میدن و میرن کنار. ما به یک حکومت دموکرات لیبرال در جهان آزاد روبرو نیستیم. ما یک حکومت فاشیستی مذهبی داریم سر کار که به هیچ وجه حاضر نیست وا بده. یعنی دیدیم دیگه دومین سخنرانی خامنه‌ای که روز 5 جنگ بود، قشنگ مشخص بود که این طرف با اینکه خودش رفته تو مرکز زمین قایم شده، ولی هنوز که هنوز مردم رو داره میده دم گلوله. بنابراین با یه همچین حکومتی شما نمیتونی بگی ما بریم با این مصالحه بکنیم، الان وایسیم علیه جنگ با اسرائیل مبارزه کنیم در دنیا که صلح بشه، بعدش حالا خامنه‌ای رو یه جور میندازیم. نمیتونیم بندازیم. راه حل اینه. من گفتم در جنگ بین دولت‌ها مردم فقط قربانی ان. راهکار ما اینه که امروز بتونیم بشینیم برای فردا روزی که جمهوری اسلامی در این جنگ نابود میشه نقشه بریزیم. حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام به نفع مردم عراق میتونست تموم بشه، مشروط بر این که اپوزیسیون عراق برای فردای عراق بعد از صدام برنامه میچین و میتونست کشور عراق رو یک کشور ایدئال تبدیل بکنه. ولی خب نکردن. در افغانستان بعد از طالبان اگر که در واقع الیت‌های جامعه افغانستان برنامه‌ای داشتن تا بتونن سطح سواد جامعه افغانستان رو ببرن بالا، امروز دوباره طالبان سر کار نبود. مسئله بر سر اینه که در این نبردی که آغاز شده نباید به اینجا میرسید. ای کاش که نمیرسید. منتها ما که در رسیدن و نرسیدن به این وضعیت نقشی نداشتیم، جایگاهی هم نداشتیم. در تمام کردن این وضعیت هم ما جایگاهی نداریم. بنابراین امروز اگر ما بخوایم بریم و بریم به نفع جمهوری اسلامی پرچم نه به جنگ بگیریم در دنیا در دستمون و جمهوری اسلامی باقی بمونه، جمهوری اسلامی گردن خود ما رو میزنه وقتی بمونه، به خاطر اینکه میخواد اقتدار داخلی پوشالی
خودش رو تقویت بکنه و شروع میکنه به سرکوب جامعه بیش از پیش و در نهایتش اینه که باز دوباره آش همون آش و کاسه همون کاسه است. منتهای مراتب با این وضعیت که اینا دارن خودشون پیش میبرن، ما باید تنها راهکاری که ارائه بدیم این باشه به فردای بعد از جمهوری اسلامی فکر کنیم و ببینیم ما چطور میتونیم یک جبهه واحدی تشکیل بدیم تا اجازه ندیم در ایران پس از جمهوری اسلامی یک حکومت وابسته و یک در واقع فرد یا حالا گروه دست نشانده‌ای بیاد سر کار و تلاشمون رو به این سمت ببریم که در فردای جمهوری، یعنی فردای ایران پس از جمهوری اسلامی، حالا با هر مقدار از ویرانی که باشه، دیگه از آلمان بعد جنگ جهانی دوم که ما ویرانتر نمیتونیم بشیم، که با این و با هر وضعیتی کشور اگه اومد دستمون، ما چطور میتونیم پایه‌های یک دموکراسی و یک کشور آزاد و لیبرال رو بذاریم. البته من خودم چپم، لیبرال نه در مفهوم لیبرال نئولیبرال ها، بلکه به معنای آزاد و کشوری که درش همه حق حیات و نظر داشته باشن. این رو به نظرم امروز جریان مخالف جمهوری اسلامی و طیفی که در این جنگ هیچ منفعتی نداره باید به نظر بهش فکر کنه، تا اینکه بخوایم بیایم ایدئال بچینیم که خامنه ای استعفا بده. اون هیچ وقت استعفا نمیداد. جناب احسان، من عرض کردم اگر دیکتاتور شعور داشت و شرافت داشت این کارو میکرد. نگفتم این میشه. عرض کردم که حتی در زمان شاه هم همین موضوع اتفاق افتاد، نشد، انجام ندادیشون. در گذشته زمان رضاخان همین اتفاق افتاد. دیکتاتور تا آخرین لحظه فکر نمیکنه که میندازنش، فکر میکنه یه خلجی حاصل میشه. بعد شما اتفاقا صحبت بسیار خوبی کردید، گفتید آقا در طالبان در افغانستان 21 سال آمریکایی‌ها و غربی‌ها در اونجا بودن، یه نسلی رو تونستن پرورش بدن که بتونه دو تا کتابخون توش باشه، بذارن احزاب در اونجا پا بگیره، مردم رو کمک کنن. خب کشور افغانستان حزب داشت، تشکیلات داشت. زمان نجیب الله خود نجیب یه موقعی که فروپاشی شوروی شد یه نامه‌ای نوشت برای آمریکایی‌ها که آقا ما تا امروز در بلوک شرق بودیم و همراه با روسا، الان اون دیگه شوروی از بین رفته و دیگه پاشید، اصلا پاشیده، ما هم دیگه تو اون بلوک نیستیم، شما نپاشونید این سیستم ما را. ولی پاشوندن، در اختیار مجاهدین قرار دادن. مجاهدین هم بعدش دیدن شلوغ شد و یه مقدار خط و خط شد، گفتن به ما ربطی نداره، گذاشتن رفتن. بعدم که سر مسئله گاز ترکمن صحرا پیش آمد که خط لوله از کجا باید بره، یه راهش از طریق پاکستان بود، یه راهش از طریق ایران بود. ایران قبول نکردن، راه پاکستان. مشکلش افغانستان بود و ناآرامی‌های افغانستان که دولتی به نام طالبان رو به راه انداختن. دولت بعدم که این دولت برای خودشون شاخ شد مرکز تروریست اونجا. بعدم که این حکومت رو انداختن، نیامدن، چون قصدشون سازندگی نیست، آمدن خودشون طالبان رو گذاشتن جای خودشون رو رفتن. اینا موقعی که افغانستان رو ترک کردن، آقای ترامپ رفت با اونها تو دوحه چند بار مذاکره کردن، نمایندگان آمریکا، و حکومت رو به جای اینکه بدن یه جناح اندکی مترقی تر، نمیگیم دیگه خیلی بالا سوسیالیست باشه یا نمیدونم یه دولت لیبرال، نه، یه دولتی که اسماعیل خان میگیم که یه ذره بهتر بود از به اون جلادی عقب موندگی و قشری طالبان نباشه، نه، بردن اتفاقا هم دادن به قشری ترین گروه که این گروه برای این کشور حاکم باشه و ادامه بده کارشان. اینها شده قصد این ندارن که بیان کشور پیشرفت کنه، مردم اون کشور از این منجلابی که درش هستن بیرون بیان. خب مگر زمان شاه ما نمونه بودیم در ایران دیگه، مردم در ناآگاهی و بدبختی نگه داشتن. آخوند مگر نیست مردم در بدبختی و ناآگاهی نگه داشتن؟ اینا هیچ وقت علاقه‌مند نیستن مردم آگاه بشن، حزب تشکیل کنن، بدن حق حقوق خودشون رو بشناسن. اون موقع دیگه رعیت نمیشن، امت نمیشن. اینی که اینها ما نباید امید به کسی داشته باشیم که بیاد اون شخصی که ما میدونیم از حالا داره برای ما برنامه چیده و از حالا ما میبینیم که دارن یه آدم عقب افتاده‌ای رو برای ما علم کردن که اینو بیاریم بنشونیم در قدرت، این برای شما خوبه. این یعنی توهین به ما که 90 میلیون آدم تو مملکت از عقب افتاده آوردن، اینو تبلیغ میکنه که این باید بشه پادشاه شما، این باید بشه گرداننده کشور شما. آیا در قرن 21 شما تا حالا دیدید یک کشوری حتی پس مانده‌ترین عقب مانده‌ترین کشورهای آفریقایی بخواد یه حکومتی تشکیل بده بیاد بگه من پادشاهی میخوام؟ همه میان جمهوری. حالا درسته در خیلی جاها این جمهوری پیاده نشده، یعنی به صورت یک جمهوری پادشاهی شده. حافظ اسد میمیره، بشار اسد جاش میاد. اصلا جمهوری معنی نداره که پدر پسری باشه. اون مظاهر تمدن هم به کشورهای که میاد به گوه کشیده میشه. ولی این که ما چیز باشیم که به این فکر باشیم که آقای نتانیاهو دلش برای ما میسوزه، همچین چیزی وجود نداره. نتانیاهو علاقه‌منده که این کشور بیشتر ناسامان باشه که اینها بتونن بخورن و ببرن، همونجوری که الان در عراق اومدن که زمان صدام اینا در عراق نقشی نداشتن، الان در کردستان عراق شدیداً فعال هستن، در صنایع نفت اونجا سرمایه‌گذاری کردن، همونجوری که الان هم دارن احزاب ایران میندازن، احزاب کردی رو در کردستان ایران که از اون برن بتونن یه جنگ و به قول معروف ناآرامی رو ایجاد کنن. اینی که این رو من باش مشکل دارم، وگرنه خامنه‌ای ما سال‌هاست که علاقه‌مند هستیم که این سیستم از بین بره. ما حتی بگیم آقا اینا دونه به دونهشون رو باید محاکمه کرد، نباید گذاشت مثل دزدان زمان شاه که رفتن و ما هیچ کاری باشون نداشتیم. نه، باید این سیستم بالاخره در این کشور مجازات بشن، خیانتکارها مجازات بشن. متاسفانه شما ببینید تمام جنایتکاران زمان رضاخان شدن سناتور زمان محمد رضا، تمام دزدای زمان محمد رضا رفتن آمریکا، کسی هم نرفته باشون. این رو باید این دور باطل رو یک جا نگه داشته بشه. اونم اینه که ما نذاریم
اجازه ندیم این جریان ادامه پیدا کنه. الان اینایی که علاقه مندن شازده حکومت شازده بیاد رو کار، به خاطر اینه که دزدای فعلی هم کسی دنبالشون نره. الان شاید دزدای جدید بیان رو کار، به فکر اینن که چجور بخورن و ببرن دیگه. فکر این که بیان ما بریم دنبال دزدای قدیم این نیست. آخوند چرا نرفت دنبال دزدای زمان شاه؟ چون خودش دزده، وقتش دنبال این کار خودش. اونها میگن تو خودت بدتر از مایی. اینه که ما میگیم آقا اینا باید مجازات بشن. حکومت آخوند به هیچ عنوان نباید تقویتش کرد. الانم که این ضرباتی هم که خورده غیر ممکنه این بتونه به پا بشه مجددا، غیر ممکنه بتونه اون بساط بگیر و ببند ادامه بده. اینا ضربه خوردن، ولی ما میگیم که بسیار عالی، سلامشون رو کشتید شما، اینا هم کشتید، ولی زیر ساخت‌های کشور رو نابود کردن و برای مردم پادشاه تعیین کردن و حکمران تعیین کردن کار شما نیست. اینا رو شما نمیتونید دخالت کنید. همونطور که ما در کار شما دخالت نمی‌کنیم. ما نیومدیم بگیم آقا نتانیاهو رو ببرید، آقای فلان رو بیارید رو کار. نه، اون مال مردم خودشونه. اینا به ما هیچ احترامی برای مردم اینا قائل نیستن. موقعی که میگن آقا شاهزاده رضا پهلوی 24 ساعت تلویزیون اینترنشنال از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنه. خب این توهینه که آقا این همچین شخصی باید بیاد تو کشور شما بخواد. اینه که ما اینجا مخالف میشیم با آقای نتانیاهو. میگیم دست درد نکنه، شما دعوا دارید با آخوندم زدی، حالا ما وارد چیزش نمیشیم دلیل چی بود، ولی خب ما میتونیم بگیم به قول شما از این موقعیت استفاده کنیم. ولی نه اینکه دیگه شما بیا اینجا فسادخانه بشی و بعد دیگه ما بشینید در ما حکومت تعیین کنی و بعد بساط داغ و درفش ساواک رو براشون بندازی. و شما سابقه خیلی خوبی در ایران ندارید. تشکر. آقای حجابی بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید یک سری صحبت شد، من البته اشاره کردم ولی مثل اینکه دوستان گوش نمیکنن. من اتفاقا صحبت کردم، گفتم مسئله منافع آمریکا در دوره اوباما تغییر کرد و از منطقه خاورمیانه به خاور دور منتقل شد. یعنی شاکله اصلی تضاد با چین قرار گرفت و بلوکیه که در حال شکل گیری و شکل گرفته تا حدی. من اتفاقا رابطه ایران در حدی در اون بخش دیدم و گفتم اما برای این موضوع نکته‌ای که باید توجه بشه و یک سری دوستان به این نکته توجه نمی‌کنن که اول اینکه موضوع بین ایران و اسرائیل اصلا ربطی به مذاهب نداره، اینا روپوشه. اینو در اون جزوه‌ای بود از آمر بارتوف که من ترجمه کردم و جناب قرداقی نشرش داد، یک متخصص خود اصل یهودی خودش داره مطرح میکنه که اینها از امالیق و به انگلیسی امالایت و اینا صحبت میکنن و اینا بیشتر برای تهییج روحیه. مسئله اصلا مسئله مذهب نیستش، که در ایران هم مسئله مذهب نیست. زمانی رژیم شیعی با دیدگاه شیعه گری شروع کرد، ولی اون سالها پیش تموم شد رفت. امروزه سرمایه‌داری داخل ایران بخش غالبش، حالا من امیدوارم جناب قدر مطرح نکنه که این نسل قدیمی همش دم از امپریالیسم میزنه، ولی ببینید یه سری واقعیاتو که نمیشه کتمان کرد. یک بخشی از سرمایه‌داری بورژوازی ایران که بورژوازی تجاریه، سرمایه‌داری تجاری دو جوره، یکی در خدمت سرمایه‌داری صنعتیه، یکی هم در بخش به اصطلاح همین جوری تجاری که از نوع قماش بازاره. اینا کاری هم در تولید ندارن. اتفاقا اینها در رژیم شیعی بالاترین دستو دارن و تمام عملیاتشون هم بر علیه اسرائیل و این و اون، هرچند که پوشش اسلامی بهش میدن، اما در واقع امروز نقش غالب در این سالهای اخیر ایجاد تشنج برای ایجاد پای نگه داشتن تحریما بود تا به نام دور زدن تحریما جنس بنجل چینی رو با $1 بگیرن $10 در ایران بفروشن. اصلا مسئله اینه، مسئله اقتصادی، ریشش اقتصادی. این یه نکته که من باید مطرح می‌کردم. یک نکته دیگه که باید مطرح بشه اینه که ما آیا اصلا از رژیم انتظار داریم؟ اصلا صحبت از انتظاری از رژیم نیست. رژیم شیعی از همون بعد تولدش در سالهای 60، از همون بعدش، هم اون قبل از در سالهای همون سال اولی که به وجود اومد، علیرغم اینکه نیروهای چپ ازش دفاع می‌کردن، در میدون آزادی یا در هر جای دیگه حمایش بود، چماقدارهای بهشتی هم نمی‌کردن. این یه واقعیته. یعنی اینها هیچ موقع از اینها نباید انتظار داشت. بعدم که اون کشتاری رو که در کردستان انجام دادن، بعدم که زندانی‌ها رو که از زندان بیرون کشیدن، در طول یک هفته 4-5 هزار نفر رو اعدام کردن. خب در طول تمام این سالام سرکوبه. ما از رژیم شیعی هیچ انتظاری نداریم. مسئله این نیست که ما امروز بگیم که اگر ما این کارو بکنیم ما زیر علم رژیم شیعی هستیم. ما از این رژیم هیچ انتظاری نداریم. ما در صدد سرنگونی این رژیم هستیم. اما موضوع اینه که این رژیم چه جوری باید سرنگون بشه. یه عده مطرح میکنن که شرایطی که امروز اسرائیل به وجود آورده زمینه خوبیه برای سرنگونیش. من مطرح میکنم چنین چیزی نیست. در زمانی این عمل میتونه مثبت باشه که سازمان‌های سازمان یافتگی وجود داشته باشه تا بتونه هدایت کنه. 3-4 سال پیش که اون خیزش انجام گرفت، در اولین نوشته من مطرح کردم، گفتم این پیش نمیتونه ببره، این رشد نمیکنه، به خاطر اینکه انقلاب یک دگرگونی عمیق مثل یک بدنه، اجزا، دست، پا، نمیدونم دل، قلب، روده، همه اینا رو لازم داره، اما مغز احتیاج داره، مرکز فرماندهی احتیاج داره. در سال 57 خب شخصیت خمینی بود. امروزه ما شخصیت فردی هم نداریم.
پس میمونه یک جریان شورایی، اما شورایی به مفهوم نمایندگان احزاب وزین اجتماعی. خب احزاب وزین اجتماعی هم که ما نداریم. حالا یه سری مطرح میکنن در این شلوغی آقا برن در محله ها تشکیل گروه بدن. آخه این که کار نمیشه. خب این دفعه پیشم انجام گرفت، به راحتی هم میپاشونه، چون این محله از اون محله خبر نداره. اصلا روش انقلابی نیست، روش دگرگونی های عمیق اینجوری نیست. اینه که ما امروز مطرح میکنیم که این موضوع این مهمه، نه اینکه ما وقتی که از صلح مطرح میکنیم میگیم که میخوایم این رژیم باقی بمونه. میگیم در شرایط کنونی اگر این رژیم از هم بپاشه، در خلأ قدرتی که به وجود میاد و در نبود سازمان‌های سیاسی وزین که مردم بهشون گوش بدن، مخصوصا با شرایطی که در آذربایجان، در کردستان، در خوزستان، در بلوچستان و در لرستان امروز ایجاد شده، به راحتی یک سری از این مناطق دوچار در اون شلوغی ها جدا میشن. حالا یک نفر بیا برای من توضیح بده که اگر فردا جیش العدل در سیستان و بلوچستان چند شهر مهم رو گرفت، سواحل مکران رو در دست گرفت، زاهدان رو در دست گرفت، حتی فردا اگر یک دولت مرکزی قوی هم به وجود بیاد، چه جوری میتونه دوباره همه اینا رو چیز کنه؟ مخصوصا امروز که دوران رضا شاه نیست که بگیم که میتونه بره چیز کنه. امروز هر منطقه‌ای رو که گرفتن جدا میشه میره. پس موضوع اینه که اگر ما در شکل یک پارچگی، اگر ایران برامون مهمه، موضوع اینه که ما آیا مسئله یک پارچگی خاک رو در نظر میگیریم یا نه. خب میبینید امروزه در سودان دو شقه شد، هر دو شقش هم دچار جنگ داخلی شده. در لیبی الان 10-12 ساله زد و خوردای داخلی. در خود عراق 4-5 سال طول کشید، هرچند که نه 86% شیعه بود و نسبتا منسجم بودن. در دوره به اصطلاح صدام گروه بدر با 10,000 نفر مرد مسلح تمرین دیده، علیرغم این در اون شرایط که آمریکا هم کمکشون میکرد که گفتن بیاید قدرت رو بگیرید، میدونید که 4-5 سال و هنوز به اصطلاح ثبات سیاسی آنچنانی نداره. لذا ما در این موضوع اینه که امروز اگر مطرح میشه که اگر رژیم شیعی اومد مطرح کرد که اگر اسرائیل نزنه ما نمیزنیم و به پای میز مذاکره میرن، از این باید دفاع کرد. دفاع از رژیم شیعی نیست، دفاع از حفظ اوضاع برای کمتر ضربه خوردن ایرانه. جناب هم درست مطرح میکنه، اینها در صدد نابودی ایرانن. مسئله ساخت نمیدونم دتنس که نیست، خب دتنس که پاشوندن رفت، فردورم که میزنن. من مطمئنم تا یه هفته دیگه اونم با بمبای سنگر شکن آمریکا میان میزنن. مرکز دیگه ای هم که نمونده. ادامه این جنگ در مخالف با منافع ملی ماست. حالا در بعضی بره های اجتماعی بعضی اوقات منافع مردم میتونه به طور موقت با منافع بخش های مخالف همون مردم همسو بشه به صورت موقت، اما این تضادی نیست که بتونه پایدار بمونه، دوباره از هم جدا میشه. اینه که اگر مطرح میشه که ما میدونیم، من اینو در یه نوشته فکر کنم هفته پیش بود نوشتم، ما میدونیم که رژیم شیعی اگر زنده بمونه بعد از اون یه سرکوب شدید داره، ولی این سرکوبش نتیجه اضمحلالشه. رژیم شیعی فروپاشیده است، اما نه در این مرحله. 24 ساعت اول رژیم شیعی دو شکست عمده شد، 3 شکست. یکی شکست نظامی شد که تمام رهبران درجه اول سپاهیش رو زدن، دانشمند تعدادی داشتن حسیرم زدن و پدافندش هم نابود کرد. این یه شکست. شکست دوم شکست اطلاعاتی بود که بزرگترین شکستی بود که خورد. در کنار این دو شکست سوم شکست حیثیتیه. یعنی این رژیم نه در داخل، نه در میان هوادارهای خودش، نه در کنار نیروهای نیابتیش، نه دیگه اون ارج و قربی رو داره که بتونه بگه منم بکنم. تموم شد، هیمنش شکسته شد. این شروع اضمحلال از درون خود نیروهای امنیتیش و نیروهای سپاه، از درون خود ارتش. اگر ما این پروسه رو نمی‌بینیم و متوجه نیستیم که فکر می‌کنیم اگر عجله کنیم امروز بزنیمش، خب باید به فردای این زدن توجه کرد. کدوم نیرو میخواد چیز کنه؟ خب فردا امروزه منسجم ترین نیرویی که در صف مخالفین هستش مجاهدین. آیا کسی حاضر مجاهدین فردا بیا قدرت رو بگیره؟ کدوم سازمان چپ؟ جبهه ملیه؟ نهضت آزادیه؟ کدوم سازمان چپ؟ کدوم فداییان؟ حزب توده است؟ کدوم سازمان چپ؟ راه کارگر؟ طوفانه؟ کدوم سازمان میتونه ادعا کنه که من در میون مردم پایه دارم و من میتونم هدایت کنم؟ آیا گروهایی که در محلات مختلف تشکیل میشه؟ خب همین موضوع بود که در لیبی هم جنگ داخلی رو انداخت. ما امروزه در شرایط نمیدونم دوران سالهای 1120 یا 1304 که نیستیم که 1300 شرایط فرق کرده، شرایط جهانی فرق کرده، درجه تسلیحات فرق کرده، نیروها فرق کردن. امروزه خواسته ها در اون موقع دولت ملت تشکیل نشده بود که امروزه ما بگیم با خواست های قومیت روبرو هستیم. امروزه اینها بر روی میزه. امروزه مسئله زبان در میان قومیت هاست، مسئله رشد ناموزون در میان ایناست، نارضایتی عمیقه. نمیشه مطرح کرد که ما شب برمیگردیم اینا رو گروه‌های نمیدونم در تهران، در نازی آباد، نمیدونم در اون قسمت، در تجریش، در اینجا گروه‌ها چیز میکنن. کدوم فرماندهی؟
کدوم فرماندهی بین تهران و اصفهان میتونه رفتار کنه، یا بین خوزستان یا لرستان یا کردستان یا بلوچستان؟ فرماندهی که ما نداریم که. اگر هم کسی مطرح بشه که در جریان مبارزه تشکیل میشه که ما 3-4 سال تجربهشو دیدیم، انجام پذیر نیست. لذا درجه سرنگونی اگر کسی امروز امیدشو بسه که در این جنگ رژیم سرنگون بشه، دوچار اشتباهه. حتی اگر رژیم امروز سرنگون بشه، ایران یک پارچگیشو از دست میده. خب یک پارچگی در جهت منافع ملی ما که نیستش. ممکنه در جهت منافع بخش‌های خاصی باشه، اما در جهت منافع عمومی ایران نیست. حفظ ما نمیگیم ما رژیم رو میخوایم که حفظ کنیم که، اصلا موضوع این نیست. ما میگیم موضوع سرنگونی این مسیری نیست که یه عده بیان بچه کنن که رژیم نتانیاهو بیا بعد ما بهش بگیم خیلی ممنون این قسمتو بزن بقیه‌اش با ما. اما که اینجوری نیست. اصلا نقشه اونها این نیست. نقشه اونها زدن ایران، تقسیم ایران، پاره پوره کردن ایرانه تا از دست این هر گونه رشدی که میتونه در ایران انجام بگیره به عنوان یک قدرت محلی بخشی از اون کمپ جدید نباشه. لذا تضعیف منطقه، تضعیف این کشورهای حوزه خلیج، خب امروز همشون اکثرا در اختیار آمریکا. البته اونا تعاملات خودشون دارن، سیاست‌های خاص خودشون هم دارن، اما کلا در اون جهت عربستان سعودی خواست یک کمی با چین نزدیک بشه، دولت اومد حدود 1 تریلیون باش قرار داد. گفتن این کارم برات می‌کنیم، اون کارهای تسلیحاتی هم برات انجام میدیم، قسمت کارخونه اسلحه سازی هم میاریم، انرژی هسته‌ای هم بهت میدیم. خب این که عربستان سعودی امروز درست مطرح کرد منابع گازی که در شمال غزه وجود داره، در دریای مدیترانه وجود داره، در شمال ایران وجود داره، اینها منابعیه که این دولت اسرائیل بخواد جنگ بده. اما هدف آمریکا امروز دیگه منبع نفت ایران نیستش، چون آمریکا خودش بزرگترین صادرکننده یا صادرات کننده گاز و نفت. اما مسئله آمریکا امروز براش حیاتی شده، تضادیه که با چین داره. اگر شما به رشد اقتصادی چین نگاه بکنید میبینید که امروزه آمریکا 23-24%، چین حدود 18-19%. یعنی در طول 20 سال از یک کشور فقیر خودش رسونده به دومین کشور ثروتمند دنیا. البته به ثروت آمریکا نیست، هنوز به قدرت آمریکا نیست، ولی خب آمریکا متوجه شده این موضوع رو. برای همین هم است که کاری که ترامپ داره میکنه در بخش یک چینش جدید اقتصادی درست به خاطر همینه. اینه که صحبت ما دفاع از رژیم شیعی نیست. موضوع اینه که منافع ملی و منافع مردمی ایران در این شرایط آیا خواست ادامه این جنگ همراهی با نتانیاهو و به اصطلاح شرطی کردن روابط به اصطلاح عملیات اسرائیل در ایران و سرمایه‌داری جهانی آمریکا یا اروپا یا نه. ما میگیم نه، این مسیر نیست، این مسیر درستی نیست. چون اگر ایرانو به صورت ایزوله تنهایی نگاه بکنید بله، اما اگر ایرانو بخشی از یک پازل جهانی، از بخشی از یک سری معادلات جهانی و تغییرات محور استراتژیک آمریکا و اروپا در نظر بگیرید، اون موقع میبینید که شرایط ایران، اضمحلال ایران امروز مورد نظر. ما از این دید، ولی ما هیچ کس ممکن سال هاست ما میگیم، حالا شاید بگم یه عده‌ای 5 سال 6 سال 10 ساله، والا ما از سال 50 و همون 59 60 ما با ضد این رژیم و اولین مقاله‌ای که به اصطلاح مقاله تحلیلی که بر علیه سازمان فدایی نوشته شد توسط خود من نوشته شد، مطرح کردم که به درجه خیانت به خاطر اون همکاریاش. مسئله ما دیگه اون نیست که ما بگیم امروزه با اون دیدگاه چپن ما نگاه نمی‌کنیم که امپریالیسم. من اینو برای جناب قاسم جناب قرادی مطرح می‌کنم. شما با نوشته‌های من آشنایی هستید. من اصلا امکان سوسیالیسم امروز میسر نمی‌دونم، چون سوسیالیسم روند جهانی داره، انکشاف انجام پذیر نیست. ما معتقدیم که ایران در آینده مرحله انقلاب، یک انقلاب دموکراتیک به اصطلاح بخش انجام نشده، یه دو انقلاب پیشینه. مسیر تا یک مدتی باید سرمایه‌داری باشه، چون وضع اقتصاد ایران و رشد تکنولوژی در ایران ده‌ها عقبه. ایران به سرمایه احتیاج داره. پس باید دیدگاه سوسیالیستی و مارکسیستی هم نگاه نمی‌کنیم. اتفاقا تحلیل مارکسیستی به ما این مطرح می‌کنه که ایران اون مسیر رو نمیتونه طی کنه. اما این تنها در یک پارچگی و حفظ یک پارچگی خاک با حفظ یک پارچگی و ایجاد رشد موزون ممکنه تا به مرحله‌ای برسه که مثلا بشه گفت مثل کشوری مثلا کشورهای اسکاندیناوی، یک حکومت به اصطلاح مردم گرا با خدمات اجتماعی بالا. حالا ما عدید مارکسیستی هم به مسئله اصلا معتقد نیستیم که انجام مارکسیسم امکان پذیره در شرایط کنونی، انجام پذیر نیست. لذا اون نیست که ما بگیم که ما بخوایم اشتباهات سالهای 50 دوباره تکرار کنیم. اما زدن رژیم در این مرحله زمانی که آلترناتیو نیست، من معتقدم که در عین این که ما باید حافظه صلح و ایجاد حفظ به اصطلاح صلح انجام بدیم، چون منافع ایران در اون گرو به اونه. خیلی ممنون آقای مجددی، دوباره بهتون برمیگردیم. آقای خواهش می‌کنم دوباره برمیگردیم بهتون. آقای ابری بفرمایید، شما مایک زدید.
بله ببینید آقای حجبی، هیچ آدمی از ترس مرگ خودکشی نمیکنه. ما قرار نیست از ترس اینکه الان نتانیاهو حمله کنه زیر ساختمونو بزنه یا بخواد گروه‌های در واقع حاشیه قدرتمند بشن و بحث تجزیه کنن باز دوباره به دامن جمهوری اسلامی بیفتیم. مسئله بر سر اینه که اتفاقا اون چیزی که به تجزیه ایران میتونه منجر بشه ادامه حکومت جمهوری اسلامیه. اونی که داره در واقع احزاب در حاشیه رو قدرتمند میکنه جمهوری اسلامیه. ببینید از بچهای هفت تپه بپرسید که زمانی که بچه‌ها رو میگرفتن اونایی که عرب بودن رو به مراتب بدتر شکنجه میکردن و هدفشون هم از این تبعیض حتی در شکنجه در زندان این بود که این آدما وقتی میان بیرون برن عضو الاهواز بشن. بنابراین جمهوری اسلامی خودش یکی از اصلی ترین دلایل برای رشد جریان‌های تجزیه طلبه. این چیزیه که داریم درش می‌بینیم با این تبعیض‌هایی که در این 40 خورده ای سال علیه اقوام مختلف ایرانی انجام داده. این یه مسئله. دومین نکته اینکه شما دارین میگه آلترناتیو نیست. چرا آلترناتیو که فقط فدایی و توده و مجاهد نیستن که اینا تموم شدن رفت، اینا دیگه اصلا دورشون گذشته. ما همین امروز در ایران جریان‌هایی رو داریم مثلا جریان جمهوری خواهان نوین که حسام سلامت اینا دارن تو ایران پیش میبرنش. ما الان در ایران رسانه‌ای داریم به اسم آزاد، برید کانال یوتیوبش رو ببینید، میزان بازدید ویدیوهاش به مراتب از ایران اینترنشنال و منوتو و امثال هم بیشتره. برید ببینید یه ویدیوی آزاد چقدر مخاطب داره و چقدر دیده میشه، یه ویدیوی یه برنامه ایران اینترنشنال چقدر داره دیده میشه. و پیشنهادم به شما اینه بجن که بیشتر ایران اینترنشنال و چیزو ببینید که از طرف رضا پهلوی بخواید یکم موضع اون طرفی بگیرید، برید رسانه جمهوری اسلامی رو ببینید در این 7 روز گذشته جمهوری اسلامی و رسانه جمهوری اسلامی چطور دارن حرف میزنن، چطور دارن تبلیغ میکنن. راننده کامیون رو میگیرن به بهانه اینکه این داشته پهپاد اسرائیلی رو جابجا میکرده. راننده چه میدونم وانتو میگیرن میگن این داشته ریز پرنده‌های اسرائیل رو جابجا میکرده. ببین داره تئوری میچینه برای سرکوب بعد از آتش بس. ما با یه حکومتی طرفیم که سر تا زیلش دیگه میشناسیم، دیگه این بازیشو شناختیم تو این مدت. چقدر همین مازیار ابراهیمی اینا که همین الان خوشبختانه مازیار ابراهیمی تو آلمان سر همون اعدام ترور دانشمندای هسته‌ای 16 تا بدبخت بیچاره‌ای که اصلا هیچ کاره بودن تو این قضیه رو گرفتن، اینقدر زدن که این بیچاره‌ها اومدن نشستن جلو دوربین اعتراف کردن که گفتن ما عامل موساد بودیم، ما دانشمندای هسته‌ای رو ترور کردیم. بعد الان تمام این سران سپاهش زده شدن. فکر می‌کنی از خون مردم ایران میگذره؟ کسی سر بلند کنه سرشو میزنه. من امیدوارم این جنگ تا روزی که جمهوری اسلامی توان داره تموم نشه، چون میدونم تموم شدن این جنگ. یه لحظه مازیار ابراهیمی در لندن زندگی میکنه نه تو آلمان. ببخشید خواهش می‌کنم. نه چون قبلا آلمان بود، میدونم قبلا کلن بود، حالا اگه الان رفته لندن نمیدونم. ولی مسئله بر سر اینه که شما داری با یه حکومتی که از همین الان داره تماما همه چیز رو فراهم میکنه برای یه سرکوب گسترده در ایران، برای راه انداختن یه دهه 60 در ایران، داری این رو نگاه میکنی و هی داری میگی ایران تجزیه نشه، ایران بماند ولی مردمش نمانند. چه فایده ای داره؟ خاک ارجحیت داره یا جان انسان ها؟ ارجحیت به جون انسان دیگه. کره زمین اگه آدم روش نباشه که دیگه اصلا مرزا مفهومی ندارن که. و شما این رو نمیبینی. شما دشمن شماره 1 مردم ایران رو داری ندیده میگیری. نتانیاهو از 2000 کیلومتر اونورتر نمیتونه بیاد بر ایران حکومت کنه. نه قدرتش رو داره نه میتونه که چنین کاری بکنه. ما در ایران نیروهایی داریم، افرادی داریم مثل امثال سعید مدنی، امثال نرگس محمدی، امثال نسرین ستوده، آدمای گردن کلفتی داریم که اینا اگه از زندان بذارن این آدمو بیان بیرون، رضا پهلوی اصلا ایران بر نمیگرده. ولی ما گردن کلفتامون تو زندانن، بچه‌هامون رو دارن دونه دونه اعدام میکنن و از این طرف ما هی داریم نشستیم این وسط. من میگم من اصلا طرفدار این جنگ نیستم، اصلا طرفداری نمیکنم که چرا این جنگ شروع شده، ولی این بلا به جمهوری اسلامی سر ما آورده. جمهوری اسلامی با دشمنی که الکی با اسرائیل شروع کرد و اسرائیل رو جریح کرد و اسرائیل رو به جایی رسوند که بیاد به جرأت کنه به ایران حمله کنه، خودش این خاک رو ریخته تو سرش. پس بذار تا آخر بریزه تو سرش. من اصلا دنبال این نیستم که بخوام بنا به هر دلیلی امروز برم در خیابون‌های آلمان بگم نه به جنگ، برید تو رو خدا جلوی اسرائیل رو بگیرید که جمهوری اسلامی بمونه. نه، من شخصا به عنوان یه ایرانی که اصلا هم دلم نمیخواد کشورم نابود بشه دنبال این قضیه میرم که میگم آقا فردا روز چیکار کنیم. بذار جمهوری اسلامی بره. اینا به جایی رسیدن که میگم اینا بد ضربه‌ای خوردن. بد خوردن و چون بد خوردن دمار از روزگار ما در میارن. وقتی که رفتن عین الاسد رو زدن، خون از دماغ یه سرباز آمریکایی نیومد، ولی از این طرف یه هواپیما رو توی تهران زدن، 200 خورده آدم بیگناه کشته شدن. بعدش هم اومدن گفتن کی بود من نبودم. تو سالگرد دوم هواپیما. ببخشید آقا احسان، ببخشید توی صحبتتون میام. این نشریه آزادی که گفتید یه دفعه دیگه تکرار کنید. ببخشید. کانال یوتیوب آزاد. مثلا برید توی یوتیوب به فارسی بنویسید آزاد. بچهای دانشگاه صنعتی شریفن. اوکی. ببخشید. آقای حجاب، شما یه صحبتی فرمودید در مورد تجزیه ایران. ببخشید به ما نوبت میرسه یا نه؟ بعد آقای زمانی شما صحبت کنید آقای یادی. مطلبی صحبت در مورد تجزیه ایران.
موضوعی است که سالها شده حربه‌ای برای دیکتاتورها. تا میای حرف بزنی حق حقوقی بخوای میگن این تجزیه طلبه، این میخواد جدا کنه مملکت. در صورتی که عامل تجزیه همین دیکتاتورها هستن. اینها که حق حقوق مردم را نمیدن، کشور را در نقطه انفجار نگه داشتن. اون کردی که با اون بدبختی و کولبری داره زندگی میکنه، اون بلوچی که هنوز شناسنامه نداره تو کپل زندگی میکنه، این را تو داری آمادش میکنی. توی مستبد که سرمایه‌های کشور را بودجه‌ای که برای بودجه‌های عمرانی خرج بشه در این مناطق خرج نمی‌کنی، به جاش نیروی نیابتی را میندازی برای جنگیدن با اسرائیل و نمیدونم با بشار اسد و اون داری داغستان را میندازی، تو مقصر این مسئله هستی. ما هم اگر تا امروز تجزیه نشده کشورمون، با زمان قاجاریه، زمان فتحعلی شاه، روسا که اون قسمت‌های قرارداد ترکمنچای و تقریبا نزدیک 600,000 کیلومتر مربع از کشور ما رو جدا کردن. اگر انگلیس ها نبودن و منافعشون به خاطر اینکه هندوستان رو در اختیار داشتن نبود، روس ها داشتن به تهران هم میرسیدن، ولی نگه داشتن. علت این که روس ها نتونستن چون انگلیس ها نمیخواستن. انگلیس ها ما حائل بودیم بین روس و هندوستان. زمان رضاخان هم اگر کشور یک پارچه موند، خب شما شیخ خزل کامل اصلا انگلیسی بود، نیروهاش پلیس جنوب براش نیرو تربیت میکردن، همه رقم با اونها همکاری میکرد و بهش مدال داده بودن، لقب بهش داده بودن دولت انگلستان. ولی این را یه دفعه پشتش خالی کردن. نه اینکه رضاخان خیلی گردن کلوف بود، نه اینکه رضاخان خیلی آدم سیاستمداری بود کشور را یک پارچه نگه داشت، نه، اونها میخواستند انگلیس ها که کشور ما یک پارچه باشه. چون اگر میبایست کشور تیکه تیکه میشد، میبایست با گروه ها و دستجات و کشورهای مختلف قرارداد ببندی. نفتی که در خاک شیخ خزعل بود، یعنی خاک همون جنوب که متعلق به شیخ خزعل بود، مثلا پالایشگاه آبادان زمینش خرید از اجاره کرد از شیخ خزعل. خب اینا میبایست نفت جنوب قراردادش با اون ببندن، نفتی که در کوکیلوی بوی رحمت بود با قرارداد با لولا ببندن، با بختیاریا ببندن. 10 تا آدم میبایست نباش قرارداد ببندن. گفتن یه نفر انتخاب میکنیم تو سر همه بزنه، یک پارچه کنیم، ما یک پارچه تحویل بگیریم کشور را که با اون طرف باشیم. اینا هیچ علاقه‌مند نیستن با 10 ها دیکتاتور کوچیک و بزرگ طرف باشن، نه، یه نفر انتخاب میکنن تو سر اون دیگه میزنه، خودش مستقل وای میسه، با اونم وارد معامله میشن. اگر زمان کودتای 28 مرداد کنسرسیون اومد قرارداد و بس، اگر خوزستان مستقل بود، نمیدونم کوکیلوی بوی رحمت مستقل بود، خب می‌بایستا برن با اونها قرارداد ببندن. اصلا علاقه‌ای هم نداشتن که بیان کمک کنن برای محمد رضا را به قدرت برسونن. یک پارچگی ما به خاطر این است که اینها میخوان و ما در این فرصت اگر یه دولت بتونیم از فرصت استفاده کنیم و یه دولت مردمی داشتیم. ببینید شما صحبت از بورژوازی می‌کنید، ما هیچ وقت بورژوازی ملی نداشتیم. ما فقط در کشور بورژوازی کمپرادور داشتیم. بورژوازی که وابسته به صنایع خارج بود، بورژوازی که سرمایه‌اش در راه دلالی بود، نه در راه سرمایه‌گذاری در کشور بورژوازی ملی باشه. و اگر اینها در این فاصله حکومت محمد رضا یا حکومت رضاخان اجازه داده بودند که مردم هم در سیاست دخالت کنند، مردم هم کم کم امور خودشون رو به دست بگیرن، مسئله‌ای به نام تجزیه، خطر تجزیه وجود نداشت. الان بله خطر تجزیه هست. اون کرد الان من می‌بینم یارو داره میگه که اینقدر به ما میگفتید چرا کولبلا رو می‌کشیم، کولبلا رو می‌کشیم. ببینید نصف این پهپادها کولبلا آوردن. بی‌شرف از حالا داره بهونه درست می‌کنه در آینده چجور تو سر کرد بزنه. نمیگه بیان آقا ما یه سیستمی درست کنیم در اونجا 4 تا کارخونه ببریم اونجا، خدمات اجتماعی ارائه بدیم. یارو که پا نداره داره کولبری میکنه که این آقا تحت پوششی قرارش بدیم. پیرمردها نمیدونم پیرزن‌ها، افراد ضعیف جامعه تحت پوششی قرار بدیم، یه سیستم خدمات اجتماعی را بنزیم. نه، فقط تو سر میزنیم و میبریم. بعدم طرف میگه آقا من چه علاقمندی دارم تو این مجموعه بمونم، این مجموعه من چی داده؟ شاید اگر رفتم جدا شدم خودم یه حاکم کرد اومد بالا سرم، شاید بیشتر دلش برام بسوزه. عبدالرحمن قاسملو بیشتر دلش برام کرد میسوزه تا منی که از تهران بالا میشم میرم اونجا. اینی که اینو متوجه باشیم، دلیل تجزیه همینا هستن. حکومت ما عامل تجزیه است، نه اینکه مردم دلشون بخواد. چرا در آلمان این مشکل نیست؟ چرا ایالت بایر نمیخواد جدا شه، از برلین جدا شه؟ ولی اگر میدید تمام اموال میره به برلین، در برلین تقسیم میشه، بایریا در بدبختی زندگی میکنن، میگه آقا ما نمیخوایم این سیستم. اینی که این هم حربه نامرد شده این مسئله تجزیه. آقا تجزیه میشه. خب الان که یک پارچه است، برای کیه؟ یک پارچه برای آخونده، برای شاه بود. یک پارچه میخوردن و میبردن، قراردادها رو میبستن. یا آخونده قومی رفته صاحب معادن طلای آذربایجان شده. آقا این طلا متعلق به کل ایرانه و اولویتش هم اینه که کارگراش هم لااقل از آذربایجانی بگیرید که تو زمینشه. نه، کارگرم اومده از تهران و رشت و فلان برده. خب این سیستم بخواد باشه، خب گفت گر ملک این است چنین روزگار زنده ویران در 100,000. این ادامه پیدا خواهد کرد. یک مستبدی در رأس کار بسیارم لرزانه، یا مثل اون شاپوری در میره، یا مثل آخوند رفته زیر زمین قایم شده و چاره‌ای هم نداره، راهی هم نداره. اینم اگه مثل امیدی داشت جایی میگرفتنش، اینم میرفت. تا این جایی هم نداره. من صحبتی ندارم. تشکر. خیلی ممنون. آقای هادی بفرمایید. من سلام می‌کنم وقتم که بخیر. عرض ادب می‌کنم.
من برای همه از آقای تحمورس تشکر کنم. موضوعش خوب بود. یکی از حرفایی که من می‌خواستم بزنم ایشون زد. در مورد مسئله اقوام یا اتنیک، ببینید مشکل جدی که ما داریم اینه که بعضی فکر می‌کنن از بقیه ایرانی ترند، خودشون اصل ایرانند و حالا ما اتنیک ها به لحاظ ایرانیت کمتر از اوناییم. در حالی که اینجوری نیست براتون. من عرب خوزستانی همونقدر ایرانیم که کسی که تو تهران نشسته ایرانی. لطفاً اگر کسی دنبال در واقع استیفای حقوقش هست، بابت این برابری ایرانیت باید نسبت به تبعیض، نسبت به ستم اتنیکی اعتراف، نسبت به حقوق پایمال شده ما اتنیک‌ها اعتراف. نه راهکارش واقعا این نیست که آدم فکر کنه که مثلا میتونه خارج از ظرفی به نام ایران این حقوق رو پی بگیره یا سعادت من بشه. نه من اینجوری فکر نمی‌کنم. ببینم به صورت کلی خیلی من به ایران باور دارم. ولی واقعیت هم اینه که شما باید در مورد جنگ و تعریفت از جنگ مشخص کنی. ما این جنگ رو جابجایی قدرت از بالا می‌بینیم و این تعریف کودتاست. راهکار قطعا مقاومت در مورد کودتا. ما اگه فکر می‌کنیم امکان داره به دموکراسی برسیم، خب دموکراسی نتیجه رشد، یک روند، یک رشد اجتماعیه که اتفاقا اقدامات ضد دموکراتیکی مثل کودتا، مثل جنگ امکان نداره شما دموکراسی این روند رو تخریب کنه. کما اینکه خاندار خائن پهلوی 3 بار حداقل تو تاریخ ما این روند رشد رو منهدم کرد. یکیش کودتای 3 اسفند، یکیش کودتای 28 مرداد و آخرین دست گلشون برای ایران هم جنگ که الان 16 تو آمریکا ادعای رهبری دوران بود. قطعا با جمهوری اسلامی هیچ بنی بشری فکر نمی‌کنم باور داشته باشه که میشه با جمهوری اسلامی به دموکراسی رسید. شرط رسیدن به دموکراسی گذار از جمهوری اسلامی، ولی نه با کودتا، نه با جنگ. اتفاقا از طریق انقلاب مردمی. و این برای من یک خط قرمز. هر اقدام دیگری غیر از این از زمان نابود کردن روند دموکراسی. پس اینجا علیرغم نفرتم از جمهوری اسلامی و شخص سید علی آقا بابت این که متاسفانه کودتایی داره اتفاق میفته، نمیتونم بگم در واقع نباید مقاومت کردن. مسلماً به عنوان مخالف جمهوری اسلامی حق ندارم برم تو زمین جمهوری اسلامی، حق ندارم بیافتم تو جمهوری اسلامی. ولی مقاومت وظیفه شهروندی من، تن ندادن به کودتا وظیفه شهروندی من. مسئله دیگه که خیلی مهمه و نیروی سیاسی باید بهش فکر کنه، عمیقاً باید بهش فکر کنه، اینی که حالا جمهوری اسلامی، تمام جمهوری اسلامی با سیاست‌های خودش مملکت رو به اینجا رسونده و مقصر تمام اتفاقات تلخی که میتونه برای مملکت بیفته قطعاً شخص سید علی آقاست. اینا رو دیگه حساب کنیم تو ذهنمون. بس اینه که الان یک نیروی نیابتی که رسانه هست، نمیدونم نظامیش هست، مسلح هست، فلان هست، بهمان هست، تو تمام زمینه‌ها هست، شکل گرفته و الان توی این چند روزه ما می‌بینیم که به صورت مسلح داره با جمهوری اسلامی مبارزه داخل ایران. فرض کنیم موفق بشه. این نیروی نیابتی نه بخار میشه بره تو آسمون و نه در واقع آب میشه بره تو زمین. باقی میمونه و سرنوشت ایران و ایرانی رو به گروگان میگیره. این نیروی نیابتی فردا به تو مستقل اجازه مدیریت مستقل نمیده، به نهاد تشکیلاتیش اجازه نمیده به قدرت برسه و عملاً چیزی از استقلال مملکت باقی نمیده، چیزی از آینده باقی نمیده. پس ناچاریم اینجا تکلیف خودمون روشن کنیم. آیا می‌خواهیم به هر قیمتی از جمهوری اسلامی گذر کنیم ولو به قیمت نابودی ایران، یا نه اینجا باید با این کودتا با این جنگ مخالفت کنیم، تن ندیم، تسلیم نشیم. من ترجیح میدم تسلیم نشم. فوش میخورن، نمیدونم آمر جمهوری اسلامی ممکنه بهم گفته بشه، فلان دوستدار جمهوری اسلامی میتونن بگن، ولی بس اینه. امروز اگر تو مقاومت نکنیم نه خودت خوشبخت میشی و نه نسل‌های بعد از خودت. اساساً تا مدت‌ها تا سال‌های زیادی ما چیزی به جز مستعمره نیستیم. این صدور دموکراسی اتفاق جدیدی نیست. تو لیبی ادعا کردن در واقع میخوان دموکراسی بیارن برای مردم، تو عراق ادعا کردن میخوان دموکراسی بیارن برای مردم، تو افغانستان هم ادعا کردن. آیا واقعا تو کدوم یک از کشورها دموکراسی باور اومد؟ آیا واقعا کدوم یک از اون کشورها با تمام دیکتاتوری که وجود داشت و با تمام جنایت‌هایی که وجود داشت وضعشون حداقل همتراز با وضع قبل از حمله خودش؟ نه، عزت ایرانی، اعتبار اپوزیسیون جمهوری اسلامی به این است که امروز مقاومت و یعنی جمهوری اسلامی که از سال‌ها پیش از همون روز اولش گفت
حتی با من مخالفه عامل دشمنه. حالا دشمن یه روز میشد آمریکا، یه روز توی سوم هم شد اسرائیل. همین شد تکرار. هر کس با من نیست عامل اسرائیل، ولی من حق دارم صف خودم رو از جمهوری اسلامی جدا بکنم و در این حال هم صدا با اسرائیل نشم، هم صدا با این کودتا نشم. ممنون. مرسی. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. دوستان اگه صحبتی دارید مایک بزنید. در غیر این صورت فکر می‌کنم دیگه بریم برای دور آخر که اگه دوستان صحبتی دارن صحبت بکنن که اتاقو ببندیم. از این بفرمایید. آقای توضیح مختصری خواستم بدم در مورد سخنان آقای هادی که صحبت کردن. ببینید ما این مشکلی که داریم در سطح کل کشور که ما هنوز چیزی از دموکراسی در کشور پیاده نشده در طول 2500 سال تاریخمون و هیچ وقت این کشور به وسیله افرادی اداره نشده که نمایندگان مردم باشن و برای در خدمت مردم. ما هنوز ساختار قبیله‌ای هست در کشورمون. این در مورد کشور همسایه ما هم صدق میکنه. شما ببین در عراق ما حزب دموکرات کردستان داریم، جلال طالبانی هم داریم. در حزب دموکرات کردستان یعنی حزب یعنی یک دستگاه، یک تشکیلات مدرن امروزی. ما این آمدیم تلفیقش کردیم با پادشاهی، تبدیل شده که آقای مولا مصطفی که میمیره پسرش نام ادریس و مسعود و اینا میان رو کار. حزب که دیگه نباید ارثی باشه. بعد شما حزب دموکرات هستی، یعنی از لحاظ اقتصادی سوسیال دموکراتی شما. خب این دیگه نباید مربوط به کردستان باشه، در کل عراق میتونی باشه. این مسئله بود که موقعی که عراق آزاد شد از دست صدام، آقای جلال طالبانی شد رئیس جمهور عراق. اینا فقط به فکر قسمت کردستان بودن، نیومدن آقا اون حزب گسترش پیدا کنه در کل عراق، حزب سوسیال دموکرات عراق. مثل همین که در کشورهای دیگه هم هست. ما حزب سوسیال دموکرات بایر نداریم، حزب دموکرات سوسیال دموکرات برلین یه حزبی است، به سوسیال دموکرات مال کل اونه. سی دی یو برلین و سی دی یو این نداریم. ما یکیه. ما متأ هر چیزی که در کشور ما میاد چون سابقه‌اش نداشتیم، چون فرهنگش نداشتیم، تبدیل به چیز من درآوردی میشه. آقای عبدالرحمن قاسملو رئیس حزب دموکرات کردستان که کشته شد، ایشون آدم بسیار تحصیل کرده و میتونست رئیس حزبی باشه که فراگیر باشه در کشور، اون حزبش میتونست حتی کشور رو اداره کنه، ولی اینا خودشون متمرکز کرده بودن به کردستان. آقای پیشوری زمانی که اون تشکیلات دموکرات آذربایجان رو انداختن، تهران تاییدش میکردن، روشنفکرای تهران همه بهش میگفتن آقا برو ما هوات داریم، برو ما هم دنبالت هستیم. ایشون گفت نه، به من کار نداره، شما باید خودتون دنبال حزب خودتون راه بندازید، این مال آذربایجانه. قوم قبیله‌ای برخورد کردن هنوز این تفکرات قرون وسطایی که در بین ما هست. هنوز ما اگر هم بخواد یه قسمتی جدا بشه میفته تو دامن یه عده‌ای که بدتر از آخوندن، چون مستبد حکومت فردی آخرش به استبداد میرسه. من روز داشتم این گروه الاهوازی رو نگاه میکردم، بعد نگاه کردم عکس شیخ خزعل رو گذاشتن پشتشون. خب دیگه این برای من کافی بود. کسی که گروهی که میخواد برای آزادی مردمش بجنگه که نمیره سمبلش بشه دیکتاتوری یا آدم خوشگذرونی مثل پادشاه شیخای عرب خلیج فارس و یا اینکه عربستان. چرا؟ چون اینا از حزب و جریان اطلاعاتی ندارن، آنچنانی نبوده. سالها این بی‌شرف‌ها، این دیکتاتورها در کشور ما اینا رو سرکوب کردن، نذاشتن پا بگیره. هیچ کدوم از افرادی که الان توی اتاق هستن من مطمئنم هیچ کدوم سابقه ندارن در یه حزبی فعالیت کرده باشن یا یک بار در عمرشون رفته باشن رأی داده باشن. اون رژیم این رژیم کلمه یاد می‌ترسید بگم بشه مثلا مر نخوره نم کوپن بنده میدن میرفت رأی میداد و نمی‌فهمیدم رأی برای چی میده اصلا. این در جامعه ما جا نیافتاده. آقا من دیگه کردم و فارسم این مهم نیست، من انسانم. این مال اون زمانی بود که اگر میگفتید آقای هادی کرده، اگر ما بریم بهش حرفی بزنیم قبیله‌اش پشتشه، پس به خاطر این ما درگیر باش نمی‌شدیم. ولی آقای هادی الان بهش حرفی من بزنم تلفن رو برمی‌داره، زنگ میزنه، پلیس میاد پلیس یخ منو میگیره، پس کردن منو میبره. احتیاجی به قبیله دیگه ما نداریم. احتیاج نیست خودمون در این دسته‌بندی‌ها وارد کنیم. ما لورا، ما کردا، ما بختیاری‌ها، ما فلان. نه، ما انسان‌ها هستیم. تو آمریکا هم که آمدیم ما الان 1 میلیون خورده آمریکایی میگن 1,700,000 ایرانی تو آمریکاست. یه عدهشون رفتن عضو حزب جمهوری خواه شدن، عضو حزب دموکرات شدن. آیا در اونجا آمدن حزب دموکرات ایرانیان رو بندازن؟ نه. حزبی است میرن به اون حزب چون از لحاظ منافعشون ایجاب میکنه که اون حزب پیوندن. اینا رو ما هنوز یاد نه، این مشکلات بسیاریه. ما هنوز اینا رو یاد نگرفتیم. ما هنوز افکار قبیله‌ای داریم. ما هنوز دنبال هولدینگ می‌گردیم، رهبر می‌گردیم، یکی بالا سرمون باشه، رهبر قبیله باشه، سردسته ما باشه. هزار تا مثال داریم. سربازه زمان پیرمردی زمان نادر می‌جنگید، نادر گفت تو که به این خوبی می‌جنگیدی و زمان شاه سلطان حسین کجا بودی؟ گفت من بودم تو نبودی. یعنی چی؟ یعنی فرض مهمه. باید یکی باشه ما دنبالش باشیم. ما یه سری افراد نیمه محجور و خنگ و عقب افتاده هستیم که یکی باید سردستمون باشه، ما مثل بز دنبال اون بریم.
هنوز بر این باور نیستیم که ما خودمون میتونیم حزبی را بندازیم، اون حزب میتونه مملکت با رأی مردم به قدرت برسه، مملکت را اداره کنه در یه مدت محدودی. نتونست میکشه کنار. ولی این باور هنوز در ما ایجاد نشده، چون اصلا از حزب و تشکیلات ما فاصله داریم. هنوزم دنبال آدمیم. من میگم که شازده باید بیاد، شما میگی که امیر طاهری بیاد، اون یکی میگه نصیر ستوده بیاد. نه، اینها فردی هستن که میتونن در احزاب جمع بشن به عنوان رهبر اون حزب باشه. بله، مشکلی نیست. خانم ستوده آدم مبارزی، افراد دیگه هم همینجوری هم صورت. حالا مثلا رضا پهلوی آدمای مثلا مزدور و رذلی، مثلا ربطی نداره به جامعه ایرانی، ولی افرادی که در ایران هستن بله، اینها میتونن با راه انداختن تشکیلاتی در قدرت سهیم بشن، اونم برای مدت محدوده اگر مردم بخواد. نه اینکه ما بیان میگیم آقا این آقا ما میخوایم، بعد همش ما دنبال یه نفر میگردیم. اشتباس. ما دنبال باید یک سازمان باشیم، یک جریان باشیم، یک گروه باشیم. یک نفر ما بهش چیز نداره. همین حکومت‌های یک نفره تا امروز ما دیدیم دیگه. شما یه پادشاه آدم حساب که آدم باشه به من نشون بده، که رذل و دزد و خونریز و جنایتکار نباشه. یه آخوند درست حسابی شما نشون بده. این مشکل رو ما داریم. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون، مرسی. آقای قاسم بفرمایید. بالا من دیگه آخرین صحبت‌ها رو دوستان اگه برای خاتمه دارن بفرمایید که به ترتیب از بالا. آقای قاسم بفرمایید. بله، ممنون. از استفاده کردیم از صحبت‌های دوستان. خیلی خوب و جالب بود برای من، مخصوصا حضور عزیزانی مثل آقای احسان ابری، آقای نادر خوشبری که دو تا تفکر کاملا مخالف هم دادن و یک زمانی قول داده بودم که یک برنامه مناظره بزنیم راجع به کتاب آقای احسان ابری که آقای خوشبری داشته باشن که متأسفانه هیچ وقت دست ندادیم تا در آینده بتونیم این کار انجام بدیم. و من فکر می‌کنم که این مباحث جدای بیرون از این جنجال‌های متهم کردن، قضاوت کردن و در واقع نشنیدن صدای مخالف، توی این فضایی که تلاش می‌کنیم ایجاد کنیم و همین نظراتی توش مطرح بشه و مخالف و موافق هر کسی نظر خودش رو بیان کنه، چون ما نیاز داریم به گفتمان برای عبور از این وضعیت فعلی که تقریبا حتی به جایی رسیده که در خانواده‌ها هم کسی دیگه حاضر نیست نظر طرف مقابلش رو بشنوه و این ایجاد فضای گفتگو به نظر من نیازمند کمی صبوری هست و شنیدن و تحمل. ما اکثرا مخالف شرایط فعلی هستیم ولی خیلی همون به دلایل اون گرایشاتی که داریم حاضر نیستیم در یک فضایی بشینیم و گفتگو کنیم و من فکر میکنم که فضای سالم آینده ایران باید از همین اتاق‌ها، از همین گفتگوها خروجیش در بیاد و با تحمل نظرات همدیگه بتونیم راهی پیدا کنیم برای ایرانی که مدت هاست در آتش جهل و خرافات و ظلم میشه گفت مذهبی و طمع آخوندی داره میسوزه. و ممنونم از همه دوستان به ترتیب آقای بابک، آقای احسان، جناب حجبی، جناب زمانی و همه دوستانی که در اتاق بودن و خانم هوری که دیگه زحمت میکشن، الان دیگه تقریبا مدیریتور شدن اینجا و مسئولیت اتاق‌ها رو بر عهده دارن و زحمت خیلی زیادی میکشن. خیلی ممنونم از همه. خیلی ممنون از شما و خیلی خوشحالم که بالاخره این فضای ایجاد شده که دو تا تفکر مختلف و تقریبا متضاد ولی خیلی خوب و با مسالمت از تقریبا از دو نسل متفاوت تونستیم در کنار هم و با آرامش به نظرات هم دیگه گوش بدیم بدون اینکه حتی کوچکترین تشنجی به وجود بیاد. آقای بابک بفرمایید. من خسته نباشید میگم به شما. شب خوبی بود، کلی چیز یاد گرفتیم. به قول شما در کنار نسل جوان‌تر از خودمون کلی تبادل نظر کردیم و ما هم میشه آماده این برای یاد گرفتن. در هر حال برای همتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. امیدوارم که هم میشه خوبی خانم شما باشی و این اتاق و شمعش رو روشن نگه داری. براتون بهترین آرزو رو میکنم برای تمام دوستان و رفقایی که در اتاقن، چه تو استیج چه تو آدینس. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب و روزتون خوش. خیلی ممنون، متشکرم. ما خیلی خوشحالیم که در همه اتاق‌ها شما همراه ما هستید و از حضورتون و اطلاعاتتون و تجربیاتتون استفاده می‌کنیم. آقای ابری بفرمایید. ممنونم از شما، مرسی قاسم جان و خوبی خانم از این اتاقی که تشکیل دادید و بحث جالبی بود، خیلی استفاده کردیم و خیلی خوبه همین که بتونیم کنار هم باشیم، با عقاید مختلف حرفمون رو بزنیم و در واقع بدون اینکه توهینی بخواد کسی به کسی بکنه با همدیگه حرف همدیگه رو بشنویم. این خودش میتونه خیلی جذاب باشه.
من امیدوارم که بشه با آقای طهماسب سر مسئله اسرائیل و مسئله یهود یه مناظره داشته باشم. فکر می‌کنم مناظره جالبی بشه. البته کتاب جدیدی که باز قراره با آقای بوف منتشرش بکنم به اسم هولوکاست افسانه یا واقعیت، فکر کنم اون برای آقای طهماسب آقای زمانی موضوع جالبی باشه. امیدوارم که ایشون دعوت مناظره رو قبول کنه و بتونیم یه مناظره جذاب داشته باشیم. ممنونم هوری خانم و مرسی قاسم عزیز و دوستانی که با هم دیگه بحث جالبی داشتیم. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ابری، ما هر هفته جمعه اتاق داریم، هم شما هم آقای حجبری منت بر سر ما بگذارید و در کنارمون باشید. بحث‌های خوب و جالبی همیشه پیش میره و خوشحال میشیم که از حضورتون استفاده کنید و تشکر که امروز همراه ما بودید. آقای حجبری بفرمایید. بله، من یه چند تا نکته رو بخوام مطرح کنم. ببینید، مطرح شد که من از موضوع تجزیه صحبت کردم، گفتن که موضوع تجزیه رو این ترس به وجود آورده و مثلا متوجه نشدم. بالاخره اصلا هم حرف خود منو میزنن، به همون یه شکل دیگه هم حرف تکرار میکنن. خب درسته، عامل دیکتاتوری باعث اجحاف میشه که ما بهش میگیم ستم مضاعف یا ستم‌های دوگانه. خب این ستم‌های دوگانه در زمانی که این انفجار اطلاعات وجود داره و امکانات رسانه‌ای وسیع در اختیار همه هست، این نارضایتی شکل سازمانی بکنه و یک شکل عمومی به خودش. خب این که ریشش چیه؟ خب ریشش دیکتاتوری. اگر دیکتاتوری نبود که رشد موزون بود. اگر رشد موزون هم بود و ستم‌های مضاعف هم نبود که کسی اصلا چرا بگی من بگم من لورم یا کردم. خب این که به اصطلاح به قول آمریکا یا ایت گیو. ولی موضوع اینه که خب یک چنین چیزی امروز هست، ما بر سر عینیات داریم صحبت می‌کنیم و چون یکی از بخش‌های عینیات اجتماعیه، لذا در محاسباتی هم که انجام میدیم باید اون به اصطلاح فاکتور رو دخیلش بدیم. حرف من اینه، نه اینکه ما بگیم که ریشش یا ریشش مشخص. اما یکی اینه که مطرح شد که ما اول اینکه به فلان سایت برید می‌بینید چند هزار تا چند مثلا 10 میلیون چیز داره، میرن نگاه میکنن. این هیچ ارتباطی به این که برن نگاه بکنن و اینا، این نه شکل سازمانیه، نه شکل همراهیه، نه شکل، این هیچی نیست. این فقط یک امر در فضای مجازیه. اینی که بره طرف نگاه بکنه یا نمیدونم چند تا بازدید کننده داشته باشه، به مفهوم قبول یا همراهی یا لبیک به دعوت اینها که نیستش. که ما از سازمان داریم صحبت می‌کنیم. دارم تمورس اشاراتی کردن. ما اشکالات ما نبود سازمانه، نبود احزابه. ما تحزب گرایی خیلی ضعیفه. الان 6 تا ایرانی رو شما نمیتونید یه جا جمعشون بکنید و روی یک پلتفرم توافق کنید. به مجردی که 6 تا بشن میخوان انشاء بکنن، 3 تاشون برن اینور، 2 تاشون برن بعد. خب مشکل ما اینه. اما صحبت سر این نیست که نمیدونم نسرین ستوده یا خانم نرگس محمد اینا رهبر که نیستن، که اینا شخصیتن. اما این به مفهوم این نیست که فردا اگر انقلاب بشه خانم نسرین ستوده بیاد بگه که مردم دنبال من بشید، این پلتفرم منه. اصلا این دید نادرسته. این دید از لحاظ سیستم اجتماعی، بررسی ساختاره اجتماعی نادرسته. پس اینم همچین چیزی وجود نداره. ولی آنچه که من مطرح کردم این بود که من جنبندی خیلی خلاصه میکنم که یک مخالفت شدید و زندگیوار با رژیم شیعی به مفهوم همراهی کردن با یک دولت متخاصمی که ما میدونیم اصلا انسانیتی توش نیست، تحت هیچ عنوانی توجیه پذیر نیست. دو اینی که ما اصلا نمیتونیم قبول کنیم که یک چنین دولتی بخواد بیا ایران ما رو آزاد کنه. ما که نقشه هاشون هم که میدونیم که اینا در چه صددی هستن. پس اینم برای ما قابل قبول نیست. ولی ما از زمانی که میگیم ما برای صلح میخوایم، امروز صلح در جهت منافع ایران، مردم ایران، برای فردای ایران لازمه، چون ما میگیم که اگر تمامیت ارضی حفظ نشه، پس فردا ایران اگر تکه پاره بشه که دیگه اصلا چیزی به نام ایران نیست که ما بخوایم چیز کنیم. حتما اصفهان و تهران و اینا یه ایالت تشکیل میدن، کردستان میره مسیر خودش، آذربایجان میره خودش، به اصطلاح خوزستان میره. خب این نسبت‌های تجزیه طلبی هست در اینجا. ما با این گروه سر و کله میزنیم. ما که دیستیم که نمیدونم در فضای مجازی که فرد شخصی مثل من که نمیشینه که چیز بکنه، و 10 تا ارتباطات داخلی ما داریم. خب ما میبینیم این مسائل. اما یکی اینه که نمیدونم تمام شرایط 1310 و نمیدونم دوره رضا شاه مطرح میکنه که 60 رو علم کرد. خب امروز در کردستان عراق اون موقع مطرح میشه که میخواستن با یک پارچه چیز کنن، به اصطلاح قرارداد ببندن. خب امروز جلوی چشم بمونه میخواستن کردستان عراق جدا کنن، تنها از ترس ترکیه و ایران و دولت مرکزی عراق اون موقع رژیم بشار اسد بود که دولت نکردن این کارو بکنن. بعدا میخواستن جداش کنن. اما اینه که حتی در همون شکل حالت که بگیم که میخوان با یک کلیت قرارداد ببندن، اینم نادرسته. مگر در کردستان عراق امروز با دولت محلی قرارداد نفتی نمیبندن؟ مگر با قسمت در سوریه با کردهای سوری مگه قرارداد نبستن آمریکایی‌ها در یک به اصطلاح یک شکل کاملا رابطه مشخص؟ پس اون معادلات نمیدونم 1300 در سال 1400 دیگه انجام پذیر نیست. و اگر ما مثال میزنیم به عنوان یک مثال تاریخی، نه اینکه انجام پذیر باشه. خیلی ممنون آقای حجبی. من ببخشید واسه صحبت شما میام، چون الان ساعت 12:30 تو 12:30 شبه. بله فقط می‌خواستم من اگه جنبندی کنید ممنون میشم. بله من فقط همین می‌خواستم که آینده ما
در همراهی با این حملات نیست و امروز اکثریت عمده تلاش ما برای ایجاد صلح تا ما بتونیم فردا 1 سال 2 سال 3 سال دیگه رژیم شیعی رو به مسیر به راه درست خودمون حذفش کنیم، نه توسط سرنیزه خارجی. من خیلی از همه تشکر میکنم که به حرفای من گوش کردن و از همه سپاسگزاری میکنم. از هوریه خانم، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم و همچنین از جناب قره‌داغی که به من خبر دادن که به این جنبه بپیوندم. با سپاس از همگی و تشکر و خداحافظ. خیلی ممنون آقای حجتی. خوشحال میشیم که هفته‌های دیگه هم ما رو همراهی بکنید. هر هفته ساعت 6 عصر به وقت اروپای مرکزی، روزهای جمعه ما اتاق داریم، اکثرا کتابخوانی میکنیم. حالا الان به خاطر اوضاع جنگ با موضوع جنگ اتاق گذاشتیم، ولی هفته‌های پیش ما در مورد کتابخوانی می‌کردیم، یعنی روخانی کتاب داشتیم که من کتاب واحد 400 جلد 1 و 2 رو روخانی کردیم و نظرات دوستان و حالا صحبت‌های تکمیلی که دوستان داشتن میشنیدیم و حتی نقدهای دوستان رو داشتیم و خوشحال میشیم که در هفته‌های دیگه ما رو همراهی بکنید. آقای حجتی. آقای هادی بفرمایید، شما مگه در جنبندی چیزی دارید؟ خوشحال میشیم بشنویم. ممنون. بگم که چرا فکر کنم اجازه ندیم شاید زیاد طولانی کنم صحبت کنم. دستتون اول همه تشکر کنم. تو خوب بود. 1 ساعت آخری که من شنیدم واقعا تو خوب بود. مرسی. ولی میگم خیلی مهمه که در این مخالفتی با این کودتا و این جنگی که به جامعه ایران تحمیل شده و متاسفانه بعضی دخیل بزن به امام صادق که شفا که نمیده هیچ قورم خواهد کرد، ولی تو برای اسلام قرار نیفتیم. یادمون باشه که مسبب بروز این بدبختی رو اسلام. یادمون نره که یک حکومتی هست که وظیفه یکایک شهروندان هست که مسئولیتش رو خودشون بپذیرن و برای خلاص شدن از این شر مبتر تلاش کنن، در این حالی که با اون یکی شهر هم صدا نخواهد بود. ممنون. مرسی. دستتون خیلی متشکرم. ممنون. آقای اقبال، شما دیگه متاسفانه دیر اومدین، حالا اگه صحبتی دارین میشنوید. با درود و سلام به همه عزیزان. بله ببخشید من دیر اومدم، ولی خیلی با سرعت چند نکته رو بگم. اولا بله کتابخانه صوتی آقای بوف بسیار عالی است. من چند کتاب شنیدم و واقعا استفاده بردم و از خانم قره‌داغی هم درخواست دارم که ادامه بدن به نوشتن جلدهای بعدی، بخصوص اینکه حتی یک مورد ترور بچهای چپ رو من نشنیدم تو کتاب باشه. یه تفصیل بسیار طولانی از ترور جنایتکارانه دکتر قاسملو بود، ولی فرض کن غلام کشاورز یا صدیق کمانگر ترور شدن حتی یک صفحه نوشته نشده توسط خانم قره‌داغی. صبر داشته باشید آقای اقبال، هنوز جلد 3 منتشر نشده. زنده باد. زنده باد. خب این خوشحال کننده است. خوشحالم میشنوم که جلد 3 این موارد توش هست و میاد. خب عزیزان، در ادامه صحبت‌های آقای طهمورث، حزب خیلی مهمه. واقعا حزب به شدت لازمه. فرایند شرکت در مدیریت جامعه است توسط همه شهروندان و در سطح سراسری. ایشون به درستی گفتن اون دوره‌ای که مثلا ما همه کرد بودیم، همه ترک بودیم، دوره قاجاریه بود. الان دیگه نمیشه گفت که همه عرب‌ها یه درد دارن، همه بلوچ‌ها یه درد دارن. پس من حزب بسا گیلکی درست بکنم و بگم درد ما گیلکی اینه، برم تهران بسا راه حلشو بگیرم ببرم تو گیلان اجرا بکنم و قضیه حل بشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. تمام دردهایی که تو هر یک از شهرهای ایران هست تو تمام دیگر شهرها هم هست، منهای این که زبان مادری ما کردی یا ترکی یا هر زبان دیگه‌ای باشه. اینکه ستم ملی هست 100%، ولی همون ستم ملی رو هم از طریق یک پروژه سیاسی سراسری میشه حل کرد. نه اینکه من بیام اسلحه دست بگیرم بگم هر غیر کردی بیاد کردستان میکشمش و فکر کنم اینجوری دارم مسئله ستم ملی رو حل بکنم. این نه فقط حل نمیشه، این روش غلطه، بسیار غلط. پس حزب سازی خیلی مهمه عزیزان. یک نکته روانشناسی سیاسی، به کم قناعت نکنید. یعنی نگید که اومدیم تو این اتاق در کنار هم اختلاف نظر داشتیم، صحبت کردیم، دعوامون هم نشد، چه خوب عالی، پس داریم پیش میریم. نه عزیزان، خیلی عقب هستیم از روندها. الان جمهوری اسلامی در حال رفتنه، باید یه کاری کرد. باید الان حزب سراسری داشتیم که همه ما خودمون رو میتونستیم تو اون حزب در حد و حدودی بسا پیدا بکنیم و بهش بپیوندیم. اینکه مثلا شما دموکرات من کمونیست رو تحمل بکنید، من کمونیست شما دموکرات رو تحمل بکنم، این کافی نیست. ما باید حزب سراسری داشته باشیم که بره و دونه دونه بگه راه حل دارم برای درد هر شهروند ایرانی، نه بگه درد مثلا آذری ها یا کرد ها. اینجوری ما باید حزب سراسری داشته باشیم. اینم یه نکته مسئله تزیه. ببینید عزیزان، تزیه به عنوان یه نگاه سیاسی، اندیشه سیاسی، انتخاب سیاسی در افراد زیادی وجود داره، ولی خوشبختانه به عنوان یک تشکل حزبی حتی سازمانی کوچک هم وجود نداره. یعنی ما یه سازمان کوچیک هم نداریم که بگه من میخوام از ایران جدا بشم. خب این خیلی خوبه. شما به این فکر نکنید که الان اسرائیل داره جمهوری اسلامی رو میزنه، اوضاع به هم میخوره، کردها جدا میشن.
آخه عزیز من به این آسونیان نیست. از جدا شدن نترسید. یعنی این نوع جمهوری اسلامی به شدت پشتش رفته، تبدیلش کرده به سدی برای اینکه خودش رو پشتش پنهان بکنه و خیلی ها از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه پا پس بکشن و بگن که اگه قرار باشه به قیمت تزیه ایران انجام بشه من نیستم. خب اونم همینو میخواد. تزیه ایران رو کی گفته؟ افراد بگن من میگم دنیا مال منه، تو چرا ناراحتی؟ واقعیت این نیست که دنیا مال من باشه، پس شما نباید نگران باشید. ولی آیا من رفتم شکایت بدم به یه دادگاهی که دنیا مال منه بقیه برن بیرون و اون دادگاه هم به من رأی داده باشه؟ هیچ عملی به نفع من نیست. شما چرا نگرانی؟ هیچ حزب و سازمانی من نمیشناسم با توجه که مسئله ملی گرایی رو در ایران من یکم پیگیری کردم که بخواد از ایران جدا بشه. پس این مسئله تزیه ایران رو خیلی به عنوان اینکه خطری است بالای سر جامعه و شرایط فعلی حفظ بشه بهتره این پروژه جمهوری اسلامیه. عزیزان نهایت جنبندیم اینه که جمهوری اسلامی در حال رفتن و ما یه جامعه سرکوب شده، یه جامعه‌ای که اقتصادش داغون شده رو تحویل میگیریم و باید بتونیم این جامعه رو بازسازی بکنیم. از سیاست تا اقتصاد، جامعه، همه بخش‌های این مملکت داغون شده با جمهوری اسلامی و ما باید اینو بسازیم. برای ساختنش باید حزب درست کنیم و این حزب باید در یک پلتفرم سیاسی روشن و مشخص در برگیرنده همه و خواهان آزادی همه جانبه باشه. کار سختی نیست. حتی اگه بخوایم تقلید بکنیم از کشورهای اروپایی میتونیم این کارو بکنیم. پس به کم قانع نباشیم و بریم برای اینکه خودمون رو برای اداره جامعهمون آماده بکنیم. خیلی ممنون. من خیلی متشکرم. مرسی. آقای عبری شما می‌خواستین جواب بدید؟ اگه تو 2 دقیقه میتونید جمع شده جواب بدید یا صحبت کنید ممنون میشم. چشم، من خیلی کوتاه میگم. دوستمون در رابطه با نسرین ستوده یا اسمایی که من آوردم، من نگفتم اینا میتونن رهبر باشن. واسه میگم اینا چهره‌هایی هستن که میتونن جامعه ایران رو سازماندهی بکنن. احزاب سیاسی ایران بعد از اینکه حالا جمهوری اسلامی سرنگون بشه و مردم بتونن در ایران آزادانه فعال کنن، احزابشون شکل میگیره، پا میگیره. این انجمنایی که الان چه در داخل چه در خارج وجود دارن، اینها بعداً تبدیل میشن به احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی و چهره‌های سیاسی داریم و چهره‌های اجتماعی داریم که این آدم‌ها میتونن مردم رو تشویق کنن به عضویت در این احزاب. یک روزی بود که بازیگرها و فوتبالیست‌ها و چهره‌های مختلف دنیا میرفتن عضو حزب‌های سیاسی میشدن، اما امروزه در جهان نئولیبرال شرایط فرق کرده. شما الان نگاه می‌کنی می‌بینی احزاب سیاسی که دنبال چهره‌ها میرن تا بتونن اینجوری جامعه رو به سمت خودشون جذب کنن. این اتفاق داره در ایران ما هم میفته. یعنی ما خیلی تافته جدا بافته‌ای از جهان امروز نیستیم و احزاب سیاسی جدید ایرانی که بعد از جمهوری اسلامی در جامعه ایران جایگاهی خواهند داشت، اینا طبعا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون رو سازماندهی می‌کنن. حالا دیگه وقت نیست، بعد اصلا موضوع این برنامه در واقع احزاب ایرانی نبود، ولی اگه برنامه‌ای باشه میشه اومد توضیح داد، تحلیل کرد و گفت شرایط حزب و تحزب در ایران به چه شکلی پیش میره. مرسی. خیلی ممنون، متشکرم. اتاق عمومی یه آهنگ پایانی میذارم، اتاق میبندم. خاور خونالود از مجموعه باز شروعی در من نعره میزند. قاسم قرداغی. صدام در تب عشق سوخت، تب عشق به خون، و خمینی مالاریای اعدام داشت و بن لادن از تاول چرکین جنون نفله شد و هنوز اسد در جنگل مردگان زخم می‌لیسد و لاشه‌های تفکر در زندان می‌گندند. آه ای خاورمیانه منزوی من، بازوانت بوی باروت می‌دهد و در حرم نفسهایت بوی خون دلم بسته جاری است. پیکرت خیزش نفت را مانند است در مجاورت آتش و نسیم آزادی در بند دارهای اعدام پاییز تلخ را تجربه می کند و دخترانت امروز نسلها را رقم می زنند با پرچم سپید حجاب در عبور از اجبار تزویر بر سکوهای افتخار تمرد در خیابان انقلاب. آه آسیای من، ای تنهای جنون آمیز، بگذار آخرین نفسها و غرورم را در راه آزادیت قربانی کنم، برای تو و خویش، برای دانه‌هایی که دیگر دار نباشند، درختانی شوند برای باغی که می سوزد امروز از نخوت آنان که در سایه ها می زیند.